نام کتاب: یاس و داس، 20 سال روشنفکری و امنیتی ها. نویسنده: فرج سرکوهی. انتشارات: باران سوئد. چاپ دوم، سال انتشار فوریه 2002. راوی: نسیم. ویرایش و بازبینی: قاسم قرداغی. تاریخ اجرا: 1399. تعداد صفحات: 216 صفحه. موضوع: خاطرات زندگی نامه سیاسی. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. این مکتوب را به کشتگان جمع مشورتی کانون نویسندگان غفار حسینی، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد میرعلایی پیشکش می کنم. مقدمه: این دفتر فصلی است از حال اهل درد که این راوی برداشت‌ها و خاطرات زندگی فرهنگی و سیاسی خود در آن روایت کرده است. فصلی که در این دفتر مکتوب شده است، اما تنها روایت کانون نویسندگان ایران است و اشقیای فرهنگکش در 2 دهه گذشته. تصویری است از تلاش‌های این سوی که ما کانونیان بودیم و سرکوب آن سوی که امنیتی ها بودند. گزارشی است از آن برداشت‌ها که ما داشتیم از راست و ناراست و آن کارها که کردیم از بد و خوب و آن که اصحاب تئوری تهاجم فرهنگی کردند و آن تحلیل‌ها که پس زمینه نظری کردارشان بود. ماجراهایی که بر ما و من رفت، اندیشه و کردار چهره‌های فعال کانون نویسندگان و نیز نقش و گفتار و کردار برخی از مسئولان بخش فرهنگی وزارت اطلاعات نیز در این مکتوب آمده است. کسانی چون آقایان سعید امامی و هاشمی و که جبر زمان و زمانه سر و کار ما و من با آنها انداخته بود تا رویدادها و متن به درستی تصویر شود، گاه و به ضرورت و ایجاز فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن زمانه و موقعیت روشنفکری و فرهنگ ایران نیز تصویر شده است. و البته همه از منظر من که درگیر آن متن و رویدادها و راوی این روایتم. این دفتر نیز میبایست در همان حال اهل درد منتشر شود. چاپ جداگانه آن مدیون همت آقای مسعود نقره‌کار است که برای کتاب خود تاریخچه کانون نویسندگان ایران با من مصاحبه کرد. در بازخوانی آن گفتگو دیدم که نقل موجز تاریخ راه بر دیدن می‌بندد. پس با تلفیق آن گفتگو و بخش‌هایی از خود زندگی نامه خویش، حال اهل درد این مکتوب فراهم آوردم که با موافقت آقای مسعود نقره‌کار مستقل در این دفتر چاپ شده است. مسعود خود برای چاپ در پیش درآمد این دفتر نوشته است که 1 جلد از کتاب 5 جلدی او به مصاحبه با فعالان دوره‌های گوناگون حیات کانون نویسندگان ایران اختصاص یافته و گاه چاپ جداگانه این مصاحبه ها روا داشته است. رسم الخط این دفتر نزدیک است به همان رسم الخط آدینه که من میپسندم. راوی این روایت که منم، موقعیت ها و فضای این روایت و حوادث آن زیستم. اگر این دفتر تصویری از موقعیت روشنفکران و فرهنگ ایرانی از این سوی و گزارشی از شیوه ها و کردار و گفتار و پس زمینه نظری اصحاب تئوری تهاجم فرهنگی و وزارت اطلاعات در آن سوی به دست دهد، کاتب این مکتوب به اجر روایت خود رسیده است. avogaboo.com
به دوران پهلوی دوم اول بار از جلال آل احمد بود که شنیدم تلاشی در جریان است در تهران برای بنیاد نهادن کانون نویسندگان. نهادی مستقل و ناوابسته برای مقابله با ترفند کسانی که می‌خواستند PEN وابسته و نامستقل بنیاد نهند. به گمانم ترجمه نادرست PEN کلوب به انجمن قلم از همان دوران مانده است. غلطی مصطلح که سوء تفاهم‌هایی را نیز دامن زده است. PEN را یک واژه خواندند و قلم ترجمه کردند و نه آنگونه که هست. ترکیبی از 3 حرف که با نقطه از هم جدا می شوند و هر حرف اولین حرف یک واژه و نماینده آن است. P نماینده poet، E نماینده essayist و N نماینده novelist. آن کسان که گفتم جمعی گرد آورده بودند و حتی رفته بودند دفتر اینترنشنال PEN. گفته بودند که می‌خواهند PEN ایران راه بیاندازند. انگار شتاب هم داشتند. از بیخ هم منکر سانسور دولتی شده بودند. دعوت کرده بودند که اجلاس سالانه اینترنشنال PEN در تهران برگزار شود. هزینه‌ها را دولت ایران متقبل می‌شد و شهبانو فرح هم در افتتاحیه اجلاس سخنرانی می‌کرد. دم خروس وابستگی و دولتی بودن که زده بود بیرون دست به سرشان کرده بودند. جلال خواستار نهادی مستقل از قدرت بود، دغدغه‌ای همواره. انگار تلاش برای ناوابستگی و استقلال از سیاست و قدرت همواره بخشی از سرنوشت کانون نویسندگان ایران بوده است و هنوز هم. حکومتیان و مخالف حکومت نیز در همه اعصار و ترفندها کانون را وابسته می‌خواستند یا تعطیل. در دهه 60 و 70 نیز جناحی از دولتیان که بعدها به کارگزاران سازندگی شهره شدند، دولتمردان و تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های اسلامی همراهان آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت حیله‌ها در کار کردند تا به یاری کسانی از نویسندگان که با آنان راه داشتند یا در همراهی با حکومت مفری می‌جستند و یا در امتیازات حکومتی راهی می‌دیدند برای شهرت و مطرح بودند، کانونی اگر نه به آشکارا وابسته به جناحی از حکومت که دست کم در ارتباط با آن پدید آورند. جلسه‌های اول جمع مشورتی کانون نویسندگان بیشتر به بحث ناوابستگی و استقلال کانون گذشت و باطل کردن ترفندهایی که جناحی از دولتیان با واسطه‌های مستقیم و غیر مستقیم در کار می‌کردند. آل احمد را اول بار در جلسه‌ای در شیراز دیدم. آمده بود شیراز برای دیدن بچه‌های شیراز، خلیل ملکی و دوستانش. 1343 بود یا 44 درست یادم نیست. جلسه‌ای بود در خانه دوستی از همان گرایشی که به نیروی سوم مشهور بود. محصل بودم. کلاس 9 یا 10 دبیرستان. در یکی از نشریات محلی شیراز پارس گزارش و داستان چاپ می‌کردم. در حد همان نشریه محلی و در حد سن و سال من. جنبش دانشجویی و جنبش روشنفکری در دهه 40 نمنمک جانی تازه می‌گرفت و از آرزوی شکست 28 مرداد سر برمی‌کرد. در شکست 28 مرداد 1332 باورهای رنگ باخته بود. در دهه 30 و 40 جهان دگرگون شده بود. ایران نیز با اصلاحات ارضی پوست انداخته بود. نسل ما در دهه 40 چشم عقل به جهان باز کرد. وارثان بی تقصیر شکستی بودیم که بر ما آوار شده بود. در تب و تاب پرسش و جستجو می سوختیم، به هر دری می زدیم، به هر مکتب و اندیشه‌ای که امید روزنه‌ای از آن می رفت سر می کشیدیم و اغلب و دریغا که زود هنگام به جوانی رسیده بودیم. جلال مرجع بود و اتوریته در آن سالها. حضور معترض و پویای جلال بیش از آثارش بر جامعه روشنفکری آن روزگار مؤثر بود. شتابی که در نثر و در رفتار او بود، هوش تیز و شجاعت و بی‌پروایی‌اش بر همه کس تأثیر می‌گذاشت. نشست با او در آن غروب برای من بچه محصل نعمتی بود. بعدتر سال اول دانشگاه در تبریز 1346 به واسطه کاظم سعادتی که دوست نزدیک و همکلاسم بود، وقت آن را یافتم که به محفل صمد بهرنگی راه یابم و به تحریریه گاهنامه ادبی آدینه، ضمیمه ادبی روزنامه مهد آزادی تبریز که به همت صمد و بهروز دهقانی و علیرضا نابدل و به پشتیبانی ساعدی و شاملو هر 15 روز یک بار در تبریز منتشر میشد. در همین نشریه بود که توپ ساعدی اول بار به عنوان پاورقی چاپ شد. زمانه محفل‌ها بود و گاهنامه‌های محلی که گاه پربارتر از نشریات فرهنگی مرکز بودند. بهروز دبیر انگلیسی بود. آثاری از ارنست همینگوی، شون اوکیسی و لنگستون هیوز به فارسی ترجمه کرده بود. علیرضا حقوق خوانده بود، شاعر بود، شعرهایش اغلب به ترکی و به نام مستعار اوکتایچا چاپ میشد.
صمد با بهروز در زمینه فولکلور آذربایجان چند کتاب منتشر کرده بود. کتابی هم داشت به نام کندوکاو در مسائل تربیتی ایران در باب آموزش و پرورش. شعرهایی از نیما، فروغ، شاملو و اخوان به ترکی ترجمه کرده بود. برخی از ترجمه‌هایش همراه با توضیحاتی در مجله‌های ادبی آذربایجان شوروی آن روزگار چاپ می‌شد و نقش کارسازی داشت در معرفی ادبیات معاصر ما در آن سوی ارس. کار اصلیش اما نوشتن داستان کودکان بود. جایی نوشتم که صمد را بنیانگذار داستان‌نویسی مدرن کودکان ایران می‌دانم. تا پیش از او در زمینه ادبیات کودکان جز آن سنت پرمایه دیرسال یا ترجمه داشتیم یا کارهای تقلیدی بی ارزش و یا حد اکثر آداپتاسیون. صمد بود که با الدوز و کلاغ‌ها و 24 ساعت در خواب و بیداری و البته بعدتر با ماهی‌سیاه کوچولو داستان نویسی برای کودکان را به مفهوم مدرن آن در زبان فارسی بنیان گذاشت. دیگرانی هم بودند در محفل صمد، مثل رحیم رئیس نیا که درباره مشروطه نوشته بود، مثل دکتر علی اکبر ترابی که استاد جامعه شناسی بود و منافع فلکی شاعر، جوانی قالیباف که صمد او را از کارگاه‌های قرون وسطایی محله حکم‌آباد تبریز تا یکی از بهترین دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه تبریز برکشید. شاملو در خوشه چند صفحه به چاپ آثار بچه‌های تبریز اختصاص داده بود. شعرهای مناف و علیرضا و آثار دیگر بچه‌های محفل صمد در همون سالها در خوشه شاملو چاپ می‌شد. که نقدها و مقاله‌های پویان، امیر پرویز پویان با نام واقعی یا مستعار. جلال کوشید تا کتاب آموزش الفبای فارسی را که صمد برای سال اول مدرسه کودکان ترک زبان نوشته بود در تهران چاپ کند که نشد. به ظاهر به دلیل اختلافی که درباره حرفش بود، وزارت آموزش و پرورش می‌خواست حرفش با شاه و شهبانو به بچه‌ها یاد دهد و صمد زیر بار نمی‌رفت. بهانه بود البته، نمی‌خواستند کار او را چاپ کنند. جلال و ساعدی بودند که ماهی‌سیاه کوچولو را بردند تهران و ترتیب چاپ آن را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دادند. کتاب چند روزی پس از غرق شدن صمد در رودخانه ارس چاپ شد. خبر را کاظم سعادتی در زندان تبریز به من داد. به دلیل اعتصاب‌های دانشجویی با 10-12 دانشجوی دیگر در زندان بودیم. نسل ما در برزخ فاجعه شکست ناحماسی مرداد 32 و مبارزه مسلحانه پایان دهه 40 به شهید و قهرمان نیازمند بود تا الگوی حماسی و قهرمانی در برابر شکست همه جانبه و بی قهرمان نسل پیش از خود بگذرد و قد بکشد. زمانه نیز به شهید و قهرمان نیازمند بود. آن قصه دروغ غرق شدن صمد به دست ساواک که جلال ساخت به نیاز نسل ما و به نیاز جامعه نیازمند شهید و قهرمان پاسخ داد. آن افسانه تا ظهور شهیدان و قهرمانان در چند سال بعد کارکردی برانگیزاننده داشت، اما جهل تاریخ بود. من این معنا را در مقاله‌ای با عنوان روزهای باران در تبریز در 1370 در آدینه نوشتم. در شماره بعدی آدینه نیز نامه آقای حمزه فراحتی را چاپ کردم که سندی تاریخی است. هر دو متن در شب دردمند آرزومندی نیز آمده است. آن کار کرد، الگوی روشنفکر شهید و قهرمان، اما مقطعی بود و با گردش زمان رفت. اما آنچه صمد بود، معلم خوب بچه‌ها و ما و آن کار که او کرد، بنیان نهادن ادبیات مدرن کودکان ایران ماند و میماند. نقدی که منوچهر هزارخانی با عنوان جهانبینی ماهی‌سیاه کوچولو در آرش ویژه صمد نوشت و مقاله پویان در همان آرش نشان می‌دهد که چرا این کتاب کوچک به مانیفست مبارزه مسلحانه، به مانیفست شورش نسلی شوریده و قالب شکن و جستجوگر بدل شد. همان سال من و یکی دو تا از دانشجویان دانشگاه تبریز در انجمن ادبی دانشگاه تبریز فعال بودیم و مجله ادبی و فرهنگی نیز منتشر می‌کردیم. اما همان محفل صمد بود که مجله را و انجمن فرهنگی ما را راه می‌برد. اولین نقدی که درباره کارهای صمد چاپ شد در همین مجله بود، به قلم کاظم سعادتی درباره الدوز و کلاغ‌ها. برهوت نام داستانی کوتاه بود به قلم من که در همان مجله چاپ شد. همان انجمن ادبی بود که جلال و ساعدی را دعوت کرد به تبریز برای گفت و شنود با دانشجویان. در آن جلسه جلال و ساعدی سخن گفتند. مفتون امینی شعر خواند و صمد ترجمه ترکی شب نیما را. جلال متن نوار آن جلسه را با حذف‌هایی به اقتضای روزگار در کارنامه 3 ساله‌اش چاپ کرده است. جلال و ساعدی با آن نشست طوفانی به راه انداختند در دانشگاه تبریز. آن نشست و فعالیت‌های یکی دو محفل ادبی از جمله محفل ما از زمینه‌های اعتصاب‌های دانشجویی سال‌های 45 و 46 بود. در نشستی خصوصی‌تر با بچه‌های محفل ما
جلال از کانون گفت و با تأکید بر استقلال نویسنده از قدرت. محفل ما پیش و پس از مرگ صمد تا بود پای کانون بود در تبریز. یادم هست که درباره یک ضرورت به آذین را بارها کپی و توضیح کردیم. مرادم اشاره به نقش محافل شهرستانی هاست در طرح اهداف کانون در میان روشنفکران و دانشجویان کشور. گاهنامه‌های ادبی و هنری محلی دهه 40 چون ادبیات و هنر جنوب، بازار رشت، آدینه تبریز و محفل‌های فرهنگی شهرستانی به ویژه به تبریز و اصفهان و اهواز و رشت فضای بارآور و سرزندگی شهرستان‌ها را در آن روزگار نشان می‌دهد. در تاریخچه‌ها که می‌نویسند درباره کانون نویسندگان، اما این همه اغلب نادیده می‌گیرند. جلال و ساعدی نقش مهمی داشتند در گسترش ارتباط با محافل فرهنگی شهرستانی. هر سال به استانی سفر می‌کردند. شاملو هر جا که بود و به ویژه در سال‌هایی که سردبیر مجله خوشه بود، امکان و فضا می‌ساخت برای نویسندگان و شاعران شهرستانی. جلال کار تشکیلاتی می‌دانست که چگونه روشنفکران بسیج کند و می‌توانست وقت و همت می‌گذاشت برای معرفی و چاپ کارهای شهرستانی‌ها. راه به او و شاملو و ساعدی اگر می‌داشتی راه تهران باز می‌شد که مرکز بود. تماس مدام و زنده داشتن با بچه‌های شهرستانی. با محفل ما در تبریز نیز. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بندیان فرهنگی. به زندان افتادم. قریب 8 سالی در زندان بودم و با انقلاب اسلامی همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدم. حکایت فضای سیاسی آن سالها و روایت زندان دیگر است و در حال اهل درد آورده‌ام. در این مکتوب تنها به گوشه‌ای از فضای فرهنگی زندان‌های شاه و برخورد زندانیان با کانونیان و اهل فرهنگ و نیز به بازتاب فعالیت‌های کانون نویسندگان و 10 شب شعر و سخن در انستیتو گوته به سال 1356 در میان زندانیان سیاسی آن زمان اشاره می‌کنم. در میان زندانیان سیاسی دوران شاه تنها قلیلی با ادبیات و هنر آشنا بودند و سابقه کار فرهنگی داشتند. از نسل‌های قبل افسرهای توده‌ای در زندان بودند و دموکرات‌های ترک و کرد. اغلب زندانیان ناآشنا بودند با ادبیات و هنر و یا آشنا تا آن حد که چارچوب‌های تنگ رئالیسم سوسیالیستی آن دوران رخصت می‌داد. در نسل ما و در نسل بعد از ما 2 گروه می‌دیدیم. یکی اندک شماری که سابقه کار فرهنگی و ادبی و هنری داشتند و از بد روزگار به سیاست کشانده شده بودند و یا ضرورت زمانه آنها را به فعالیت‌های تشکیلاتی جذب کرده بود. اینان با کانون و نویسندگان و شاعران و هنرمندان معاصر آشنا بودند و دمخور. ادبیات و هنر معاصر ایران و جهان و فعالیت‌های کانون را با دلبستگی دنبال می‌کردند. گروه دوم که به ویژه از سال 1350 به بعد به سیاست جذب شده بود، نسل بعد از ما بیشتر دانشجویانی بودند بی هیچ سابقه‌ای در فعالیت‌های فرهنگی و اغلب ناآشنا با ادبیات و هنر. از دبیرستان یا دانشگاه به این یا آن گروه و محفل سیاسی راه یافته بودند و کارشان به زندان کشیده شده بود. چپ تشکیلاتی آن روزگار ادبیات و هنر را ابزار بیداری مردمان می‌دید و در حد شعارهای ساده کلیشه‌ای. بچه‌های سازمان‌های مجاهدین، مؤتلفه و حزب ملل اسلامی را با ادبیات و هنر کاری نبود. روحانیون فرهنگی بودند، اما از فرهنگ معاصر و جهان، از ادبیات و هنر ایران بعد از مشروطه قرنها دور. در زندان شمار دلبستگان به ادبیات و هنر معاصر چندان نبود. اندک شمار بودیم و حاشیه نشین. متهم به روشنفکری و داشتن گرایش لیبرالی که در آن روزگار داغ تکفیر بود و نشانه انحطاط و البته دشنام. بیشتر زندانیان از منظری مطلق نگر و قالبی و مبتنی بر شعارهای کلی و کلیشه‌ای آن روزگار به جهان و به فرهنگ می‌نگریستند. فدایی و روحانی و مجاهد و توده‌ای و مائویست و فرق نداشت از این منظر.
اغلب آدم‌هایی بودند مبارز و سرسخت و مقاوم و باز اغلب ناآشنا با دانش و بینش و فرهنگ. طرف آن که روانشناسی و فرهنگی مسلط در میان مبارزان جنبش ضد استبداد آن روزگار و تا حدی این روزگار نیز فرهنگی استبدادی و تک‌صدایی بود. فرهنگ تک‌صدایی و ادبیات و هنر راه نمی‌برد. نادر کسانی در زندان کار فرهنگی می‌کردند. مجید آقا، مجید امین مؤید مثلا در زندان عادل‌آباد شیراز تاریخ اجتماعی هنر حافظر را ترجمه کرد. من داستان و مقاله می‌نوشتم و یکی دو نفر دیگر کسانی هم بودند که از همان منظر سیاست روز به فرهنگ گوشه چشمی داشتند. آقای ابوتراب باقرزاده از افسرها درباره ادبیات ماکسیم گورکی را به نام منشأ حیات، آقای بیژن جزنی هم بود که جزوه‌های سیاسی می‌نوشت، تحلیل‌های قالبی و باب روز. جزوه‌ای هم دارد به نام تاریخ 30 ساله، روایتی نامستند و سراپا اتهام علیه این و آن، بی هیچ سند و مدرکی و مرجعی. شفاهیات بی مأخذ و گاه مندرآوردی، نوعی تاریخ نویسی استالینی برای تسویه حساب‌های سیاسی و تشکیلاتی و حتی شخصی. در دانشگاه تهران فلسفه خوانده بود، نقاشی هم می‌کرد، اما برای آقای جزنی فرهنگ هم چیزی بود در ردیف تبلیغات عوام‌پسند برای این یا آن برنامه سیاسی. در نوشته‌هایش از اتحاد علیه دیکتاتوری، تلفیق کار نظامی و سیاسی، اهمیت دادن به کار سیاسی و تشکیلاتی در میان مردم میگوید و از نظامیگری و یک جانبه نگری چریک‌ها انتقاد میکند. اما بینش او در این همه در همان محدوده گفتمان قالبی و سطحی و کلیشه‌ای حزب توده و مارکسیسم روسی مانده است. حتی همین برداشت‌ها را هم سطحی و ساده کرده بود یا ساده و سطحی فهمیده بود. انتقاد هم داشت به رهبری حزب توده که چرا در کودتای 28 مرداد عمل نکرده است. نمیدید فرهنگ را و جامعه را، مگر استبدادمان میداد به چشمها. اقتضای زمان و زمانه بود بیشتر تا قدرت و ضعف یا خوبی و بدی این یا آن چهره. رهبران سازمان‌ها و اتوریته‌های زندان و از جمله آقای بیژن جزنی بیشتر به کمیسرهای حزبی شباهت می‌بردند تا روشنفکران اهل اندیشه ورزی و چون چرا. فرصت و امکانشان نیز اندک بود. فضای زندان را چنان ساخته بودند که هرچرا که در قالب‌های تنگشان نمی‌گنجید، با انگ‌هایی چون فرهنگ خرده بورژوایی، افکار ارتجاعی لیبرالی، جلق فکری روشنفکران بی‌عمل، فرهنگ منحط سرمایه‌داری و تحقیر می‌کردند. مجاهدین و چپ تشکیلاتی با تابوهای اخلاقی و مذهبی و سنتی، با ریاضتکشی و تحقیر اندیشه و جسم و شادی، با ستایش عمل و خشونت به جنگ لیبرالیسم می‌رفتند که به گمانشان الفساد بود. مائویست‌ها که شیفته انقلاب فرهنگی چین بودند، در تحقیر کردن روشنفکری و اندیشه ورزی و مطالعه و در تبلیغ ریاضتکشی دست بالایی داشتند. ارمغان‌های انقلاب فرهنگی چین با سنت‌های اخلاقی و مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانی آن روزگار می‌خواند. به مثل چند ماهی در زندان جمشیدیه زندانیان را وادار کردند که فقط غذای زندان بخورند و آنچه را که خانواده ها می آورند دور بریزند. چند ماهی در زندان قزلقلعه ائتلافی از مجاهد و مائویست و فدایی حتی لباسهای زیر را اشتراکی کرده بود. در هر دو حال پس از شیوع بیماری‌های گوارشی و پوستی از تحقق کمونیسم انقلابی و جامعه بی‌طبقه توحیدی در زندان دست برداشتند. در شماره 3 قدیم زندان قصر کتاب‌های بسیاری را نامطلوب اعلام کرده بودند. کار به آنجا کشیده بود که به مثل حتی مطالعه نمایشنامه مادر برتولت برشت شروع انحراف بود. قسم و آیه که برشت نه ضد کمونیست بوده و نه عامل CIA، به خرج کسی نمی رفت. وقتی اتوریته بسیاری از زندانیان غیر توده‌ای، آقای بیژن جزنی در گفته‌ها و نوشته‌های خود بزرگان نظریه چپ جدید آن روزگار، متفکرانی چون پل سویزی و بتلهایم
و هربرت مارکوزه و را به تحقیر مارکسیست‌های آمریکایی لقب می‌داد، تکلیف آثار بزرگ ادبی و فلسفی که هیچ. تکلیف مادر برشت هم معلوم بود. تنها مادر دنیا همان مادر گورکی بود و بس. اهل فرهنگ در زندان هم از ساواک و پلیس و بند در تعب بودند و هم از دوستان همبند. آموزه‌های انقلاب فرهنگی چین و رئالیسم سوسیالیستی شوروی، استالینیسم نهفته و وابستگی آشکار توده‌ای، اخلاقیات سنتی مذهبی مجاهدین و روحانیون و دیگر گروه‌های مذهبی، پوپولیسم، فرهنگ تک‌صدایی و استبدادی، بی‌فرهنگی و کم‌سوادی و مطلق نگری آش در همجوشی را به عنوان فرهنگ انقلابی بر دیگ ایمان و مقاومت می‌پخت. واکنش ناخودآگاه در برابر مدرنیته تحمیلی و تقلیدی حکومت شاه هم بود. خشونت ساواک هم مؤثر بود که فرصت مطالعه و تأمل و تفکر به کس نمیداد. بچه‌های زندان چون همه جوانانی که در دهه 40 و 50 به جنبش مبارزه علیه شاه می‌پیوستند، به معمول از حساس‌ترین، باهوش‌ترین، فداکارترین، مبارزترین و پاکترین بچه‌های نسل ما بودند. آن کمبودها که گفتم نه در بودنشان بود و نه در انگیزهشان. آن ناتوانی‌ها در فرهنگشان خانه کرده بود. استبداد مجال رشد و تعالی نداده بود. می‌دیدی جانهای پاک و کنجکاو و پرسنده و سودایی را که برای خواندن یک یا چند کتاب شکنجه شده بودند و آن دیگ در همجوش و آن رهبران کار به جایی کشانده بودند در زندان که گاه رمان و داستانی اگر می‌خواندی جز همان چند اثر مورد قبول رهبران و تشکیلات طرد می‌شدی. گاه دیدن فیلم‌های تلویزیون، حتی فیلم‌های با ارزش، جز چندتایی به صراحت هماهنگ با معیارهای ایدئولوژیک تشکیلاتی کفر بود و نشانه بریدن از مبارزه. گاه مجله‌های فرهنگی و هنری را باید مخفیانه می‌خواندی تا مبادا به انزوا رانده شوی. شعر هم، شاملو البته استثناء بود و محبوب همگان. دوران حماسی شعر او که با مبارزه مسلحانه اوج گرفته بود، خلاقیت شعری شگفت‌انگیز او، سازش‌ناپذیری او و آن نه که به همه قدرت‌ها و تابوها و اتوریته‌ها می‌گفت و از او شاعری محبوب همگان ساخته بود. حتی مجاهدین که با شعر و ادبیات بیگانه بودند، شعرهای شاملو را در زندان می‌خواندند. تنها روحانیون و مؤتلفه و حزب ملل اسلامی‌ها از جادوی شعر او در امان بودند. اینها اما نه به معنای نفی تلاش جانهای پاکی است که جوانی در زندانهای قصر و قزلحصار و قزلقلعه و اشرت‌آباد و اوین و کمیته و برازجان و عادل‌آباد و کارون و تبریز و اهواز و زاهدان و بندرعباس و چابهار و مشهد و پیر کردند و نه به معنای نفی آرمان‌های بلندی است که در سر داشتند و نه به معنای نادیده گرفتن آن همه سودا و شور و ایمان و مبارزه و مقاومت که در زندان‌های شاه بود. من خود نیز 8 سالی به بند بودم، اما آن فرهنگ نه در زندان و نه پس از انقلاب نقد نشد یا استبداد شاه و جباریت آقای خمینی فرصت نگریستن در خود نداد. باریکه‌های تاریک همان فرهنگ بود که پس از انقلاب دامن مبارزان و برخی اهل فرهنگ و کتابخوانان رها نکرد و فاجعه‌ها به بار آورد. پس از ضربه شکست 1360 در داخل کشور موجی برخاست برای تأمل در خود و برای در خود نگریستن و نقد. بار هم داد، پرثمر هم بود، موجی که در میان ایرانیان فعال سیاسی و فرهنگی خارج از کشور کمتر میتوان نشانه‌های آن دید. با این مقدمات روشن است که فعالیت‌های کانون و شب‌های شعر در میان قلیلی زندانیان که اهل فرهنگ بودند بازتابی گسترده داشت و نشانه‌ای تلقی می‌شد از زنده بودن فرهنگ معاصر به رغم سانسور و استبداد. در شعرها و داستانها که خوانده و در سخنها که گفته شد، گرایش‌های ادبی و هنری روز را می‌یافتند. اکثر زندانیان اما یا بی‌توجه بودند به این گونه فعالیت‌ها یا حداکثر به جنبه‌های ضد دیکتاتوری آن شب‌ها توجه داشتند
برای هر دو گروه شب‌های شعر کانون نویدی بود از بازتر شدن فضا و امیدی به آزادی. در آن دوران اندک شمار بودند کسانی که به سقوط شاه امید داشتند. شب‌های کانون در زندان چون رخنه‌ای در دیوار استبداد و چون نشانه‌ای از آغاز پایان تلقی شد و روحیه‌ها را بالا برد. این بحث یک جانبه می‌ماند اگر به نقش چپ بر فرهنگ ایرانی اشاره نکنم. چپ مستقل ایران مرادم افراد مستقل از سازمان هاست. بخش اعظم فرهنگ معاصر ایران را در دهه‌های 40 و 50 خلق کرده است. اما از چپ سازمانی در فرهنگ جز تبلیغات عوامگرایانه سطحی کمتر کاری با ارج بر جای مانده است. فرهنگ معاصر ما از مشروطه تا سالهای 40 ترکیبی است از آفرینش‌های بزرگانی چون دهخدا و هدایت و نیما و شاملو و اخوان و فروغ. در سوی نزدیک به جنبش چپ یا در جبهه مقابل قدرت و خلاقیت‌های بزرگانی چون فروغی و یاسمی و کسروی و خانلری و فروزانفر و غریب و گلگلاب، جدا از جنبش چپ و گاه با قدرت اما در دهه 40 و 50 همراه با حذف نسلی از سیاسیون با شخصیت چون مصدق و قوام از قدرت انگار نسل غولان فرهنگی غیر چپ نیز منقرض می شود. نسل فروغی‌ها و فروزانفرها و غریب‌ها و کسروی‌ها و خانلری‌ها بی عقبه می ماند. این البته از علائم آسیب شناسی و از عوامل عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی جامعه ماست. چپ رها از بندهای تشکیلاتی دست کم در دهه 40 و 50 بار خلاقیت فرهنگی و فرهنگسازی جامعه ما را در غیبت رقبای خود بر دوش کشید. اما از چپ تشکیلاتی و رهبران در زمینه فرهنگ و حتی در زمینه فلسفه سیاسی جز بستن چشمهای خود و دیگران و تکرار کلیشه‌ها و حاشیه نویسی و حذف و کشتن استعدادهای فرهنگی و فکری کاری بر نیامد. جواهران کمیاب و نادری بودند خلیل ملکی و امیر پرویز پویان در میان رهبران سیاسی نسل پیش از ما و نسل ما که با ذهنی وقاد و قلمی توانا و چشمی باز در فرهنگ و سیاست آثاری به میراث گذاشتند که جدای از درستی و نادرستی آرا حاصل اندیشه ورزی و تفکرشان بود و نه شرح و حاشیه و کپی‌های دست چندم. avogaboo.com کانون به دوران انقلاب اسلامی. در زندان به این نتیجه رسیده بودم که گروه خونی من با کار تشکیلاتی نمیخواند. 1357 همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدم. میخواستم کار ادبی را با داستان نویسی و نقد ادامه دهم. روزنامه نویسی حرفه‌ای نیز برای کاری دلخواه بود و مفری برای امرار معاش. در مجله تهران مصور بعد از انقلاب تا زمانی که این مجله به دستور آقای خمینی همراه با آیندگان و آهنگر و نشریه دیگر تعطیل شد، با نام مستعار حسین رهرو کار می‌کردم و در یکی دو نشریه دیگر هم به امضاهای گوناگون می‌نوشتم. بعد از تهران مصور سردبیر مجله فرهنگی و اجتماعی شدم به نام ایران که منصور کرشان مدیر آن بود. گل کرد و برد و نفوذی در خور یافت. 10-12 شماره ای منتشر کردیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را تعطیل کرد. تا ضربه 60 3 داستان کوتاه، شماری نقد و مقاله و مصاحبه چاپ کردم. با کانون نیز بیشتر با هوشنگ گلشیری و ساعدی راه داشتم. مقاله‌ای هم در انتقاد از حمایت کانون از گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در آن زمان نوشتم که در آن فضای سیاسی شدن هرچه و هر کس ناخوانده ماند و ناشنیده. سالن‌های انقلاب تا ضربه 60 برای مطالعه فرهنگ و بافت و ساختار جامعه ایرانی و روشنفکران سیاسی و غیر سیاسی ایران از جالبترین نمونه هاست. استبداد شاه راه بر بیان و نقد بسیاری از گرایش‌های فکری و فرهنگی و سیاسی جامعه ما بسته بود. در پرتو آزادی‌های سالهای انقلاب که دولت مستعجل بود، اعماق جامعه و نیز آرزوها و رویاها و گرایش‌های نظری فرصت یافتند که خود را نشان دهند. بخش مفصلی از حال اهل درد را به این سالها اختصاص دادم. کانون نویسندگان که با 10 شب شعر و سخن
به عرصه‌های فعالیت اجتماعی گسترده پرتاب شده بود، در این سالها یکی از پرتلاطم‌ترین و فعالترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. به یکی از اثرگذارترین نهادهای جامعه و یکی از مدافعان سرسخت و پیگیر آزادی و دموکراسی بدل می‌شود. هم در این سالهاست که گرایش سیاسی کانون پررنگتر می‌شود و انشعاب رخ می‌دهد. سیاسی شدن کانون نویسندگان در این دوره، انشعاب 1358 و نتایجی که هر کس و هر منظر در سالهای تأمل بعد از ضربه 60 از این ماجراها گرفت، در سمت و سوهای جمع مشورتی کانون و در آنچه ما سالها بعد از آن کردیم و گفتیم و نوشتیم تأثیر بسیار داشت. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 1358 انشعاب حزبی‌ها. تا پس زمینه‌های انشعاب و سیاسی شدن کانون در آن سالها روشن شود، چند مبتدا را باید در ذهن داشت. در ایران بیشتر نهادهای مردمی NGO-ها را یا دولت‌ها ساخته‌اند یا احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون و این نهادها در هر دو حالت اغلب وابسته بوده‌اند. نهادی ناوابسته و مستقل چون کانون نویسندگان در ایران نادر و کم سابقه بود. بس در آنچه رخ داد به ناگزیر بی تجربگی هم در کار بود. کانون از همان آغاز شکلگیری خود به نهاد نویسندگان معترض و منتقد بدل شد. نویسندگان نامنتقد به کانون نیامدند. برخی درد سانسور نداشتند. برخی گوشه عافیت می جستند و برکنار می رفتند. برخی بدبین بودند و بر بستر تجربه های تلخ از فعالیت های جمعی گریزان. برخی نیز دست در سفره حاکمان داشتند. ترس هم بود، غم نان هم. کانون در سالهای انقلاب اسلامی به شدت به سود اپوزیسیون سیاسی و جانبدار شد. شورای نویسندگان هم که حزب توده بعدتر راه انداخت آن روی پررنگتر همین سکه بود و از حکومت حمایت می‌کرد. موج سیاست زدگی و نیروی عظیمی که در انقلاب آزاد شده بود همه را با خود می‌برد. کانون را هم. آزادی بیان و اندیشه به عنوان یکی از مهمترین خواستهای کانون و کانونیان، کانون را به کسان و گرایش‌هایی نزدیک می‌کرد که استبداد مذهبی را که پای محکم می‌کرد بر نمی‌تابیدند. عوامل دیگری هم در کار بود، چون گرایش‌ها و وابستگی‌های تشکیلاتی برخی از اعضای مؤثر کانون. باز شدن درهای کانون به روی کسانی که گرچه کتاب‌هایی چاپ کرده بودند، اما بیشتر از خیل فعالان سیاسی بودند تا اهل فرهنگ و از منظر سیاست به فرهنگ می‌نگریستند. به کانون آمده بودند تا از آن برای مقاصد سیاسی خود بهره گیرند. دخالت گروه‌های سیاسی نیز در کار بود که کانون را نه نهادی مستقل که زائده تشکیلاتی یا حامی سیاست‌های خود می‌خواستند و می‌کوشیدند تا آن را به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خود تقلیل دهند. پس از انقلاب استخوان‌بندی کانون را بیشتر کانونیانی با گرایش‌های گوناگون چپ و لیبرال و ملی شکل می‌دادند. در آن زمان در میان چپ‌هایی که بر کانون نفوذ داشتند، از مدافعان بنیادگرایان مستبد مذهبی، حزب توده، آنچه بعدتر فداییان اکثریت شد و سه جهانی‌ها، مدافعان بخش دیگر حکومت بودند تا به مثل خط 3 و 4 که صدای انقلاب سوسیالیستی در سر داشتند و زمان را برای براندازی حکومت مناسب می‌دیدند و نیز وحدتی‌ها، سازمان وحدت کمونیستی که درد دموکراسی هم داشتند و برداشت‌های تازه‌تری از منظر چپ مطرح می‌کردند. اگر کانون بر منشور خود رفته بود که بر ناوابستگی و پرهیز از دنبال روی تأکید دارد و بر دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی حصر و استثناء
شاید که از طوفان تعارضات سیاسی در امان می‌ماند. اما بافت کانون و آن عوامل که گفتم کار خود کردند. تعارضات سیاسی به کانون سرریز شد. سیاست در آن روزگار از همه سو به تقریب با فرهنگ تک‌صدایی و گفتمان استبدادی قرین بود. تحمل کردن دیگران و تساهل و تسامح و مدارا که لازمه کار فرهنگی است در سیاست آن روزگار جایی نداشت. حقیقت هر که مطلق بود و خصم هر که یکسره باطل. کانون نیز به سیاست و از سیاست به حذف مدارا کشانده شد. کسانی در کانون اثرگذار شدند که بیشتر به سیاست دلبسته بودند تا فرهنگ. مطلق گرایی و حذف مخالفان نیز از عناصر فرهنگ مسلط بود و بر رفتار بیشتر کانونیان چیره. در آن روزگار 3 برداشت در کانون در کار بود. یکی آزادی را اصل می‌دانست و معیار و زمینه اختلافش با حکومت نیز از بستر خواست آزادی بیان و اندیشه برمیخواست. برای دومی آزادی و آزادی بیان و اندیشه نیز فرعی بود و جنبی. مبارزه ضد امپریالیستی یا مبارزه با 2 قطب شوروی و آمریکا برایشان اصل بود و عمده. این یا آن جناح حکومت را مظهر مبارزه مطلوب خود می‌دانستند. با این یا آن جناح حکومت هم رأی بودند و همکار و هر اعتراضی را تضعیف جناح محبوب خود ارزیابی می‌کردند. مخالف سومین گرایش با حکومت نه از سر آزادی خواهی که بر آرزوی کسب قدرت و جایگزینی بود. مجاهدین در کانون نفوذ مستقیم نداشتند اما بر آن مؤثر بودند. تعارضات تشکیلاتی اگر بیرون از کانون می‌ماند حرفی نبود، اما به سیاق فرهنگ تک‌صدایی و مطلق‌بینی رایج آن روزگار کانون را تبدیل کردند به عرصه دعواهای سیاسی و تشکیلاتی. شیوه‌های هواخواهان جناح‌های حکومتی و مخالفان حکومت به تقریب یکسان بود. هر دو نهادهای مستقل را برنمی‌تابیدند. تصورشان از توده‌ای و اکثریتی گرفته تا خط 3 و 4 و 5 از کانون نویسندگان چیزی بود در حد همان اتحادیه نویسندگان دولتی در شوروی و چین و کوبا. زاهده حزب تراز نوین استبداد مذهبی پایه محکم می‌کرد. اینجا و آنجا روزنامه‌ها در خطر بودند. سانسور به قامت قانون مطبوعات می‌رفت که رسمی و قانونی شود و به گفته شاملو بهمنی در راه بود. اما حامیان این یا آن جناح حکومت سکوت کانون می‌خواستند یا حمایت آن را از آنچه اقدامات ضد امپریالیستی حکومت می‌نامیدند. مخالفان حکومت نیز کانون را به مواضع تندتر و سیاسی‌تر می‌راندند. صدای گرایش اول که بر منشور و ناوابستگی کانون و بر دفاع از آزادی بیان پای می‌فشرد ناشنیده می‌ماند. اقتضای روز و طلب زمانه هم بود. اینور یا آنور تنش‌ها اوج گرفت تا بهانه به دست آمد. شب‌های شعر و داستانخوانی. توده‌ای‌ها با برگزاری شب‌های شعر و داستانخوانی به مخالفت برخاستند. گفتند که داستانخوانی و شعرخوانی و البته طلب آزادی بیان و اعتراض به استبداد مذهبی تضعیف مبارزه ضد امپریالیستی است و همراهی با جناح راست و آمریکا و سلطنت خواهان. در کانون در اقلیت بودند. نمی توانستند نهادی را تحمل کنند که در بست در اختیار حزب آنها نباشد. دست گروه‌های دیگر چپ را که خواهان براندازی حکومت بودند نیز در کار می دیدند. و حق هم داشتند. می دیدند که رقبای سیاسیشان با مستقل‌هایی که خواهان آزادی بیان بودند در یک سوند. جبر زمانه بود شاید. توده‌ای‌ها در کانون در اقلیت بودند اما حق مطلق را به جانب خود می دانستند. پس دعوا به مطبوعات حزبی کشاندند. حزب هم دستور جدایی داده بود. نهادی حرف شنو و وابسته به خود می‌خواست. بهمنی از اتهام همکاری با امپریالیسم و سلطنت و چه بر سر دیگران باریدند. رقبای سیاسیشان نیز در بکارگیری شیوه‌های نادرست دست کمی از آنان نداشتند. به پاسخگویی برخاستند و اغلب با همان روش‌ها. اتهام و شایعه پردازی و تخریب شخصیت و حذف فرهنگی. حذف با بروز بود. مخالفان حزب توده فرصت را برای حذف حزب توده از کانون مناسب دیدند. رأی
به اخراج 5 نفر از سرشناسترین آنها دادند. اگر مدارا و تحمل مخالف باب بود، میشد به اخطاری بسنده کرد. شب‌های شعر و داستانخوانی را هم میشد نه کانون که به مثل گروهی از نویسندگان برپا کنند. اما هر دو طرف با مدارا بیگانه بودند. حزبی‌ها نیز بی‌طاقت شده بودند. در کانون اکثریت نداشتند و رأیشان برا نبود. آماده جدایی بودند و اخراجها را بهانه کردند. جدا شدند و شورای نویسندگان راه انداختند. من البته با فعالیت چند نهاد نویسندگان در یک کشور مخالف نیستم. این نگاه که در هر زبان یا کشور فقط یک نهاد نویسندگان باید باشد و همه باید که زیر یک سقف مجتمع شوند، بازمانده همان نگاه توتالیتر کمونیستی و مذهبی است که کثرت و تنوع را بر نمیتابد. اتحادیه‌ها و نهادها و فراکسیون‌های گوناگونی می توانند فعال باشند و با هم آنجا که اشتراک دارند همکاری کنند. نگاه کنیم به PEN و اتحادیه‌های نویسندگان و پارلمان نویسندگان و ده‌ها نهاد متنوع نویسندگان، یا نگاه کنیم به خبرنگاران بدون مرز و WAN و IPI و ده‌ها نهاد متنوع روزنامه نویسان. انشعاب کانون در آن زمان از این لون نبود. بر بستر اعتقاد به تکثر و تنوع شکل نگرفته بود که برعکس نشانه آن بود که مدارا و تکثر و فرهنگ چند صدایی را بر نمیتابند. هر دو سو. بعد از انشعاب هر دو سو هرچه در توان داشتند از بحث‌های عقلانی گرفته تا افشاگری و فضاسازی و اتهام پراکنی و شایعه پردازی در کار کردند تا یکدیگر را بی‌اعتبار و حذف کنند. توده‌ای‌ها زرادخانه حزبی و حمایت بنیادگرایان حکومت پشت سر داشتند و دیگران مطبوعات مستقل و اعتبار و شهرتشان را. بیشتر نویسندگان مشهور و معتبر و با نفوذ در میان مخالفان حزب توده بودند. سالمترین بحث‌های آن دوره در باب انشعاب در کتاب جمعه شاملو آمد، اما حتی در آن میز گردها نیز نوعی تصفیه حساب سیاسی با حزب توده راه داشت. شیوه ها و رفتار حزبی ها را می توان در مطبوعاتشان دید که چه ها که نکردند و چه ها که نگفتند. دوستان و همراهان دیروزشان را یک شبه به جیره‌خواران CIA و سلطنت و ساواک تبدیل کردند. در بکارگیری این شیوه ها پیشینه دراز داشتند و تجربه بسیار. این سوی همگاه به همان راه می رفتند. از توده‌ای ها نمونه نمی آورم که 70 من کاغذ شود. نمونه ای می آورم از رفتار این سوی ما. سوی ما در اوج دعوا سردبیر مجله ایران بودم. با همان نام حسین رهرو. حزب حمله به کسانی چون آقای رحمت الله مقدم مراغعی، نماینده خبرگان اول را به اتهام لیبرال بودن باب کرده بود. هم کانون را میزد و هم همراهی نشان میداد با حزب جمهوری اسلامی و بنیادگرایان مذهبی که در عمل تیغ خود میزدند و بر زبان و قلم آموزه های حزب توده تکرار میکردند. آقای مقدم مراغعی را مثل هر عضو دیگر کانون 3 نفر معرفی کرده بودند. آقای باقر کارت درخواست عضویت کانون او را به من داد که چاپ کنم. افشاگری مثلا. 2 نفر از معرفان آقای رحمت الله مقدم مراغعی، آقایان به آذین، محمود اعتمادزاده و فریدون تنوکابونی بودند. مطلب با این تیتر در ایران چاپ شد: توده‌ای‌ها حامیان رحمت الله مقدم مراغعی یا حامیان لیبرال ها، مثلا برگرداندن توپ به زمین حریف. انگار بد کاری کرده بودند که لیبرالی را به کانون معرفی کرده بودند. نفر سوم را آقای باقر پرهام به من نگفت. گفت امضا ناخواناست. ما هم همین نوشتیم. بعد دانستیم که نفر سوم آقای منوچهر هزارخانی است. منوچهر در آن زمان با پرهام بود و او نمیخواست متحد خود را شریک جرم کند. انگار که به واقع جرمی رخ داده بود. اما حزب در اتهام زنی و حذف تیزتر و بی‌پرواتر بود و مجربتر، تندتر هم. میخواست حسابش را با کانون صاف کند. کرد. شورایی راه انداخت بر همان الگوی اتحادیه نویسندگان شوروی. در بست در اختیار حزب.
با آن حزب و با آن سیاست‌ها، با آن ترکیب و با آن شیوه‌های استالینی و با آن نگاه‌های مطلق بین، با آن مخالفان و موافقان. انشعاب اجتناب ناپذیر شد. گمان می‌کنم که ما انسان‌ها هستیم که بیشتر رخداده‌ها را اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر می‌کنیم. حزبی‌ها و مخالفان سیاسیشان به رغم گرایش مستقل‌ها، انشعاب در کانون را اجتناب ناپذیر کردند. شکست 1360 حیات علنی کانون چندان نپایید که فرصت نقد منظرها و برخوردهایی که به انشعاب منجر شد فراهم شود. نظام اسلامی در آزادی در خطر بود. تیغ سرکوب فرود آوردند و کانون نویسندگان از اولین آماج‌های ضربه بود. به سال 1360 به کانون حمله کردند. کسانی به ویژه بعضی دوستان توده‌ای از حذف رقیب خوشنود شدند. گفتند جهتگیری‌های سیاسی کانون در حمایت از اپوزیسیون زمینه حمله به آن را فراهم کرد. هنوز چند ماهی تا حمله به شورای نویسندگان حزب مانده بود. حکومت نیز کانون را در کنار گروه‌های اپوزیسیون گذاشت و کوبید. استبداد دینی با هر نهاد مستقلی معاند بود. فرهنگ و زبان و حتی اسلام را به کلیشه‌های مطلق تقلیل داده بود و بر تبعیت همگانی از ایدئولوژی واحد تاکید داشت. حکومت مروج فرهنگ تک‌صدایی بود و تنوع و تکثر را برنمی‌تابید. در تحکیم قدرت استبدادی خود به سرکوب نهادهای مستقل و اعمال سانسور و خودسانسوری فراگیر برخاست. پس هجوم به کانون نویسندگان دور از انتظار نبود. من این ادعا را درست نمی‌دانم که اگر کانون سیاسی نشده بود، اگر از اپوزیسیون حمایت نکرده بود و اگر از هجوم حکومت در امان می‌ماند، برخی مواضع کانون به سود اپوزیسیون به دلیل مغایرت با منشور و اساسنامه اشتباه بود اما در امان ماندند، مگر اکثریتی‌ها و حزب توده‌ای‌ها که تا همکاری اطلاعاتی با بنیادگرایان مستبد پیش رفتند، در امان ماند مگر نشریاتی که با سیاستکاریشان نبود، در امان ماند مگر نهضت آزادی که نماز شب رهبرانش مهندس مهدی بازرگان زبانزد خاص آن بود. حکومت اسلامی که حضور برداشت‌های متفاوت از اسلام را برنمی‌تابید، کانون نویسندگان را هرگز تحمل نمی‌کرد. درهای کانون را اراده حاکمیت بست که گرایشی توتالیتر داشت. با استبدادی روبرو بودیم که نه فقط سیاسی، که فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و دینی هم بود. 20 سال بعدی نشان داد که استبداد حتی فعالیت انجمن‌های خانگی شعر سنتی نیز بر نمی‌تابد. فرهنگ تک‌صدایی جز صدای خود هیچ صدایی را تاب نمی‌آورد. حکومت به فرهنگ حساس بود. روحانیت لایه‌ای است فرهنگی و با خبر از اهمیت فرهنگ. سالها از هجوم فرهنگ غرب به دنیای اسلام نالیده بودند و اکنون می‌خواستند حسابشان را با فرهنگ غرب، با هرچه که با برداشت آنها از اسلام همخوانی نداشت، تسویه کنند. آزادی بیان و اندیشه و مذهب، حقوق بشر، اصالت انسان و انسانگرایی، خرد، فردیت و همه آنچه را که با رنسانس به فرهنگ بشری و با مشروطه به ایران راه یافته بود، فراورده‌های شیطان می‌دانستند که انسان از راه راست، بندگی خدا، به در می‌برد. از همان آغاز در دارالفنون و مدرسه میرزا حسن خان رشیدیه و دانشگاه تهران برای حوزه‌های علمیه از توش توان افتاده خود رقیبانی پرقدرت و جذاب دیدند. رویای تخریب و تسخیر این دژهای فرهنگی دشمن را دهه‌ها در خواب دیده بودند. بعد مهمی از انقلاب برای آنان انقلاب فرهنگی بود. اصطلاح را از مائویست‌های وطنی آموخته بودند. شیوه ها را از چین و شوروی سابق. آرزوی آن را اما قرنی در دل پرورانده بودند. جهاد علیه تهاجم فرهنگی غرب از مؤلفه های اصلی مکتبشان بود. نهادهای سیاسی مخالف را بیشتر تاب می آوردند تا کانون نویسندگان را که نهادی فرهنگی بود. برخلاف پهلوی دوم که دیر هنگام به نقش فرهنگ پی برد، از همان آغاز کار فرهنگی را جدی گرفتند و نخستین گامشان در انحصاری کردن فرهنگ جامعه، حذف رقبا
و سرکوب دیگر اندیشان و غیر خودی ها بود. در تحریک عوام علیه روشنفکران و دیگر اندیشان تجربه‌ای تاریخی داشتند و از کشورهای سوسیالیستی و مدرسه‌های پلیسی شوروی و رومانی و آلمان شرقی نیز بسیار آموختند. بعدتر و به هنگام روایت برخورد اشقیا با جمع مشورتی خواهم نوشت که چه ها کردند در آنچه مبارزه با تهاجم فرهنگی می‌نامیدند. حمله به کانون نیز از گام‌های آغازین این روند بود. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com نقد جوانه میزند. از 1360 تا 1364 دورانی سنگین بود. قصه پرغصه ای است که در خاطرات خود حال اهل درد به تفصیل نوشتم. جبر جباران بود و خفقان و سرکوب و شکست. پرسش بود و نگریستن در خود و در گذشته. که چرا در موقعیت اکنون گرفتار آمده ایم؟ به ظاهر هر چیز و هر کس ساکت بود. سازمان‌های سیاسی سرکوب شده بودند. اما محفل‌های روشنفکری جدا از همگاهی و در ارتباط با همگاه فعال بودند و زنده. پاتوق‌های روشنفکری، کافه‌ها و بارها تعطیل شده بودند. در این دوران بود که میهمانی‌های خانوادگی و جلسه‌های نچندان باز داستانخوانی و شعرخوانی در خانه‌ها جای خالی پاتوق‌های روشنفکری را پر کردند. سنتی که در حیات جمع مشورتی کانون کارکردی کارساز داشت. سانسور و خودسانسوری در اوج بود. مرادم از خودسانسوری نه فقط همان عقل مصلحت اندیش که پلیس درون شده ای است که ترس و ارعاب را در جان آدمی می نشاند. شکست 60 اما فرق داشت با شکست 28 مرداد 1332. به دنبال شکست 28 مرداد 1332 ناامیدی و یأس بر فضای روشنفکری سایه افکن شد. دوره‌های شعر شکست احمد شاملو و نصرت رحمانی در سالهای پس از 1332 بود که شکل گرفت. در همین سالها بود که مهدی اخوان شکست جزئی و مقطعی مرداد 32 را با معاصر کردن زبان سبک خراسانی تا حد تراژدی کلی و ابدی برکشید. در شکست 28 مرداد 1332 ناامیدی بر روشنفکر ایرانی آوار شد، چرا که به جنبش امیدها بسته بود و دل و گام و قلم با آن داشت. ضربه 60 اما برای بسیاری از روشنفکران پیشبینی پذیر بود، پس امید ماند. چشم انتظار هجوم بودند، پس با آن به مقابله برخاستند. ضربه 60 و کابوسی که 2 دهه بر جامعه و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و زندگی خصوصی ایرانیان آوار شد، جامعه ایرانی را یکسره دگرگون کرد. از پیایندهای این 20 سال یکی هم آغاز نقد سنت و مذهب بود. نه فقط در محدوده روشنفکران که در میان توده‌های مردم بود. جامعه ایرانی در کشاکش تضاد سنت و مدرنیته تقلیدی و تحمیلی را به دوران پهلوی اول و دوم تجربه کرد. حکومت اسلامی آن سوی انشقاق 2 دهه سنتگرایی افراطی را بر جامعه تحمیل کرد. زیستن در 2 قطب افراط زمینه‌ای فراهم آورد برای باز شدن چشم نقد مردمان. ایرانیان درگیر در بحران هویت، اغلب گناه شکست‌ها و ناکامی‌هایشان را به گردن دیگران انداخته‌اند و شانه از بار پذیرش مسئولیت و نقد خود خالی کرده‌اند. دیگران را مقصر دیدن ریشه‌های عینی نیز در تاریخ قدیم و معاصر ایران دارد. به دوران پیش از مشروطه در هر گوشه تاریخ ایران رد هجوم‌های ویرانگر اقوام گوناگون را می‌بینید و پس از مشروطه نیز نشانه‌های دخالت آشکار و پنهان دولت‌های قدرتمند زمان را، روس و انگلیس و اتحاد شوروی و آمریکا، دست خارجی. از منظر تئوری توطئه انقلاب مشروطه را انگلیسی‌ها به انحراف کشانده بودند و روس‌ها سرکوب کرده بودند. رضا شاه را انگلیسی‌ها آورده بودند و کودتای 28 مرداد هم کار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود.
اصلاحات ارضی را جان کندی رئیس جمهور وقت آمریکا خواسته بود. و اسناد تاریخی مؤید این ادعاها نیز فراوان بود. اسباب نابینایی همیشه فراهم است. اما ایرانیان از نقش خود نپرسیده بودند. نپرسیده بودیم به مثل که در مشروطه با پای خود به سفارت انگلیس چرا رفتیم. ژرفنگرترین متفکران ما سید جمال الدین ها، آخوندزاده ها، حیدر عم اغلاها، تقی‌زاده ها به انگلیس و روس چرا می‌نگریستند؟ استقبال از ترجمه‌های ادبیات اروپایی در میان روشنفکران و کتابخوانان ما چنین گسترده چرا بود؟ قانون اساسیمان را از قانون اساسی بلژیک ترجمه چرا کردیم؟ عین‌الدوله مستبد را صدر اعظم مشروطه چرا کردیم؟ حق مصوبات مجلس را به مجتهدین چرا دادیم؟ در بابی کشی با ملایان و حکومت همکاری چرا کردیم؟ اصلاح طلب بزرگمان امیرکبیر جلاد جنبش بابیان و جنبش روستاییان و بیچیزان چرا شد؟ بیشترین نیروهای اجتماعی و روشنفکرترین لایه‌های جامعه از ظهور سردار سپه استقبال چرا کردند؟ روز 28 مرداد برای دفاع از حکومت مصدق به خیابانها چرا نیامدیم؟ مصدق را تنها چرا گذاشتیم؟ 15 خرداد 41 چرا رخ داد؟ چرا و چرا و چرا؟ از خود نمی‌پرسیدیم که ما خود را قربانی می‌دیدیم بازی خورده نقش بازان و شیاطین دهر، استکبار و غرب و استعمار و امپریالیست‌های روس و انگلیس و آمریکا. اما این بار به تله افتاده بودیم. انقلاب اسلامی بی برو برگرد کار خود ما بود. خودآگاه و ناخودآگاه می‌دانستیم که جمهوری اسلامی را ما خواسته بودیم. ما بودیم که برای تحقق جمهوری خدا در خیابان‌ها و کوچه‌ها راه افتادیم. 99% از ما، حتی گروهی از چپ‌ها، حزب توده به مثل، در انتخاباتی آزاد به ولایت فقیه و حکومت نایب امام رأی دادیم. تلاش‌هایی هم بود این سوی و آن سوی و به ویژه در میان هواخواهان سلطنت و اصحاب تئوری توطئه که با امثله و شواهدی می‌خواستند باور کنند و به دیگران بباورانند که انقلاب سناریوی قدرت‌های بزرگ بوده است. اما بیشتر ما در خلوت خود، نقش خود و دوستان و همسایگان و خیشان خود در انقلاب به یاد داشتیم. آن استقبال پرشور از آقای خمینی هم به یاد داشتیم. ما که چند سال پیش از انقلاب گام زدن انسان بر ماه دیده بودیم، شبی تصویر آقای خمینی، تصویر نایب منجی موعودمان در ماه دیدیم. ما بودیم که این و آن کرده بودیم در انقلاب. دیده بودیم از همان روزهای اول انقلاب که دولت‌های قدرتمند غربی با جمهوری اسلامی به مبارزه برخاستند. دیدیم که همه آنها از روس‌های هنوز سوسیالیست تا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در جنگ مقابل ما صف بستند و به عراق کمک کردند. تحریم اقتصادی هم دیدیم. دست خارجی این بار علیه فاجعه بود. ما بودیم یا اکثریت ما که از امام و اسلام در برابر دنیا دفاع کردیم. ما بودیم یا اکثریت ما که به جنگ رفتیم تا مزار مقدس را آزاد و کربلا را زیارت کنیم. 1000 سال برای فجایع و ستمی که اشقیا بر نوه پیامبرمان روا داشته بودند گریسته بودیم و خود را سرزنش کرده بودیم که چرا در آن ظهر گرم و خونین عاشورای حسینی در زمان و در مکان آن تراژدی مقدس نبودیم تا جان بی مقدارمان فدای امام مظلوممان کنیم. 1000 سال بر تنهایی امام اول گریسته بودیم که کوفیان عهدشکن او را تنها گذاشته بودند و ما نمیخواستیم اهل کوفه باشیم. 1000 سال آشکارا یا به خفا تولد منجی موعودمان امام عصرمان را جشن گرفته بودیم که می آمد و عدل الهی و بهشت خدا بر زمین که لگدمال ستم اشقیا بود تحقق می بخشید. حتی پیش از اسلام چشم انتظار او بودیم که در آن زمان سوشیانسش می خواندیم. ما ایرانیان نزدیک به 2000 رویای ظهور منجی را در خواب دیده بودیم. با این رویا زیسته بودیم و در اولین فرصتی که نظام کهنسال شاهنشاهی شکستیم رویای 2000 سالی خود تحقق بخشیدیم. اماممان را آوردیم. منجی آمد و کابوسی دهشتناک، وحشت و ویرانی و تباهی و ستم و جنگ و استبداد بر ما نازل کرد. ما در رویای خود که اکنون چون واقعیتی بی تردید و قاطع در برابرمان ایستاده بود نگریستیم و از منجی موعودمان، از اماممان، از رویای 2000 ساله‌مان و از خودمان وحشت کردیم. که بودیم ما که 2000 سال چنین رویایی را انتظار کشیده بودیم؟ که بودیم ما که چنین کابوسی را 2000 سال تقدیس کرده بودیم؟ جمهوری خدا با استبداد فرود آمد. استبدادی که نه به سیاق گذشته
فقط بر 2-3 هزار روشنفکر که بر همه ما سایه افکند و تا رخت خوابها و آشپزخانه‌هایمان رسوخ کرد. این بار ما خود کرده بودیم. پس به ناگزیر از خود پرسیدیم که بودیم ما که چنین رویایی در سر داشتیم؟ چه کرده بود امام اول ما با پیروان خود که صادق‌ترین آنها خوارج تیغ بر او گشودند؟ چه می‌خواست امام سوم ما که معاصرانش او را چنین تنها گذاشتند؟ چه بر ما می‌رفت اگر به جای نایب امام مهدی منتظرمان، منجی موعودمان به تن خود ظهور می‌کرد؟ چه شد که انقلاب کردیم؟ چه شد که نیازمند انقلاب شدیم؟ چه شد که استبداد شاه را سالها تاب آوردیم؟ چه شد که 28 مرداد رخ داد؟ کجا بودیم وقتی تانک‌ها خانه مصدق تنها مانده ایمان را ویران می‌کردند؟ چرا در همه آن سالها که در تبعید احمدآباد تنها بود و منزوی او را به یاد نیاوردیم؟ چه شد که اصلاحات رضاشاه با استبداد همراه شد؟ چه شد که مشروطه ناکام ماند؟ چه شد که اسلام آمد؟ و ما که هستیم؟ ما که بودیم؟ هویت تاریخی فرهنگی ما را چه مؤلفه هایی می سازند؟ از کجاست که ریا و برکنار رفتن و دروغ از مشخصه های اصلی فرهنگ ماست؟ از کجاست که همواره تاریخمان به بحران هویت مبتلا بوده ایم و رهایی از آن را در اصل طلایی صدر اسلام، تمدن پیش از اسلام، کمونیسم ناب، مدینه النبی، عدل علی، در گذشته های مشکوک و در آینده های نامطمئن جستجو کرده ایم؟ از کجاست که هنوز فردیت را نشناخته ایم؟ از کجاست که هنوز ایمان داریم نه اعتقاد، قلب داریم نه عقل، گله ایم نه فرد، توده بی تمایزیم نه عقل نقاد؟ از کجاست که نخبگان خود منزوی کرده ایم؟ از کجاست که بر پریشانی روشنفکران مستقل خود داغ انزوا و لعنت و ارتداد زده ایم؟ از کجاست که مرده پرستیم؟ از کجاست که روشنفکران خود کشته ایم؟ پس آنگاه از آنان قهرمان‌های شهید پرداخته ایم و بر جنازه آنان گریسته ایم، اما به حیاتشان نوشته‌هایشان نخوانده ایم و گفته‌هایشان نشنیده ایم. از کجاست که در اعدام حلاج‌ها و عین القضات‌ها و سقط الاسلام‌ها، کربلایی علی میسیوها و سید محمد علی بابها دستفشانی کرده ایم و هنوز می‌توانیم در میدان‌ها و خیابان‌های شهرهای بزرگمان نظاره‌گر خاموش شلاق خوردن و سنگسار زنان باشیم؟ از کجاست که چنین نژاد پرست و بیگانه ستیزیم در برخورد با عرب و افغان و ترک و چنین خاضع و افتاده ایم در برابر اروپاییان و آمریکاییان؟ از کجاست که حافظه تاریخی ما از چند روز تجاوز نمی کند؟ از کجاست که قهرمان ملی ما رستم پسرکش است که پسر را اندیشه نو و صلح را در پای نظم کهنه و جنگ به نامردی و خدعه پهلو می درد؟ از کجاست که تاریخ ما خون است و درد و آتش و ویرانی و تجاوز به زنان و استبداد؟ از کجاست که شاهان ما اغلب نوشیروان ساسانی اند که گردن مزدکیان میزنند، محمود غزنوی اند که قرمطیان مسئله میکنند، عباس صفوی اند که مخالفان به آدمخواران میسپارند، نادر افشارند که چشم پسر از کاسه در میآورند، کریم خان زندند که کودکان رقیب اخته میکنند. از کجاست که در همه مصائب و بلایا شیطان و حکومت و آسمان و قضا و قدر و قدرت‌های خارجی مسئول دانسته ایم؟ از کجاست که بر فاجعه‌های تاریخی و مصائب دهشتناک تنها گریسته ایم اما هرگز با چشم عقل و نقد در آنها ننگریسته ایم؟ از کجاست که برای جمهوری اسلامی به خیابان‌ها ریختیم؟ در همه اینها که بود و هست؟ نقش ما چه بود و مسئولیت ما؟ پرسش ناگزیر بود این بار که خود کرده بودیم و نقش خود به عیان می‌دیدیم و امکان انکار آن نبود، اما سرآغاز در خود نگریستن هم بود و نقد خود و سنت و مذهب و فرهنگ ملی. به همان سالهای 60 به بعد بود که کتاب‌های خاطرات از هر دست و رمان‌های تاریخی در هر سطح تیراژهای بالا یافتند. با خواندن کتاب‌ها و رمان‌های تاریخی در خود می‌نگریستیم، با داوری کردن درباره چهره‌های تاریخ معاصر یا آدم‌های رمان‌های تاریخی درباره خود و معاصران خود داوری می‌کردیم. به شناخت خود برخاسته بودیم که این بار مسئولیت اقدامی تاریخی فاجعه‌ای ملی را پذیرفته بودیم. چنین شد که در آن سالها در دهه‌های سیاه 60 و 70 جامعه ایرانی پا در راه نقد سنت‌های ملی و مذهبی خود گذاشت. تحولات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و دگرگونی‌های جهان، انقلاب اطلاعات، ماهواره‌ها و ویدیو و اینترنت، سفر خانواده‌های مهاجران به خارج نیز در کار بود تا جامعه ایرانی و نه فقط این یا آن روشنفکر به پرسش برخیزد و به نقد. فرایندی که اگر فرصت ادامه یابد
اگر به تیغ استبداد و هیاهوی غوغاسالاران و مکر عوام فریبان و قدرت طلبان خفه نشود، اگر یکی دو نسل از ایرانیان بتوانند در دموکراسی نفس بکشند، جامعه ما را از بسیاری از گره‌های ناگشوده روانشناختی و تاریخی و فرهنگی خود رها خواهد کرد و از جمله از عوارض فرهنگی و سیاسی تضاد سنت و مدرنیته. این همه در همان 2 دهه 60 و 70 رخ داد که به ظاهر همه چیز و همه کس ساکت بود و استبداد در بوق پیروزی می‌دمید و آقای هاشمی رفسنجانی به جای خاطرات فتح نامه می‌نوشت. در آن زمان آقای خمینی از جناح چپ مذهبیون حمایت می‌کرد که آقای میرحسین موسوی را در پست نخست وزیری داشتند و کسانی چون آقای محمد خاتمی و بهزاد نبوی و چند وزیر قدرتمند دیگر را در کابینه رئیس مجلس آقای رفسنجانی و حاج احمد آقا میانه بازی می‌کردند. اکثر آیات عظام و بیشترین روحانیان حامی تجار سنتی و مدرن بودند و هواخواه جناح راست و فقه سنتی. اینان اصلاحات و نوآوری‌های آقای خمینی را که او را می‌توان سرسلسله اصلاح طلبان و رفرمیست‌های شیعی چند دهه اخیر ایران به حساب آورد، در زمینه فرهنگی به مثل آزاد کردن موسیقی، در زمینه اجتماعی به مثل اجازه حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و البته با حجاب اسلامی و فقط برای تایید نظام، در زمینه اقتصادی دخالت دولت در اقتصاد و نمی‌پسندیدند. هرچند جز کارشکنی جرأت و توان دیگری نداشتند. عناصر زرنگتر هر دو جناح با بهره‌گیری از وزرایی چون آقای عسکرولادی مسلمان، وزیر بازرگانی و چند وزیر دیگر، از سودهای کلان اقتصاد جنگی، رانت‌های بالای اقتصاد سایه و پورسانت‌های سرسم‌آور معاملات خارجی و نفت و واردات و اسلحه فربهتر می‌شدند. هنوز جنگ بود و امام در قدرت و نظام از مخالفان آسوده تا کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 3 سالی مانده بود و دقیانوس بیمرگ می‌نمود. تمامی سازمان‌های مخالف سرکوب کرده بودند. زندان‌ها پر بود و آقای اسدالله لاجوردی در اوین و افسران اطلاعات سپاه و کمی بعدتر بازجویان وزارت اطلاعات در بند 3000 فلکی موقت شهربانی اسبق، کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق، بند 3000 آن زمان و زندان توحید بعدی خدایی می‌کردند. اپوزیسیون چپ و ملی و لیبرال و هواداران سلطنت به خارج از کشور رانده شده بود و خبرها حکایت از درهمپاشی و هزاره پاره شدن آنها داشت. با راندن یا رفتن مجاهدین به دامان عراق، دشمنی که با ما در جنگ بود، به حیات سیاسی این سازمان در داخل کشور پایان داده بودند. نظام مشروعیت خود از انقلاب، رهبری کاریزماتیک، اسلام و دفاع از مملکت می گرفت. جنگ به گفته آقای خمینی هنوز برکت بود. جناح چپ نیروهای مذهبی سهم مهمی از قدرت در دست داشت و با شعار حمایت از مستضعفان از اقتصاد دولتی حمایت می کرد. اقتصاد دولتی اما با جیره‌بندی و پورسانت‌های تجاری در کار ثروتمند کردن اقشار تازه به دوران رسیده بود. زبان مردم به انتقاد از نظام باز شده بود. طبقه متوسط از فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی به جان آمده بود. گروهی از جوانان فرار از مرگ در جبهه‌ها و گریز از بیکاری و فشارهای اجتماعی را تن به مهاجرت می‌دادند، اما گروه بیشتری از جوانان به ویژه حاشیه‌نشینان شهری و روستاییان هنوز به جنگ می‌رفتند و بسیج می‌توانست گوشت دم توپ را برای استراتژی امواج انسانی در مقابل تجهیزات و دانش جنگی به آسانی تهیه کند. هنوز تا زمانی که مردم از رفتن به جبهه‌ها سرباز زدند، چند سالی کشتار مانده بود. آقای محسن مخملباف در حوزه اندیشه و هنر اسلامی بایکوت می‌ساخت و حصار در حصار تا نشان دهد که بجز خط امام هرچه در جهان سراب است و دروغ و باطل و کور. هنوز تا آن تراژدی بزرگ عروسی خوبان، نوحه‌ای درخشان بر شکست آرمانی که به دلارهای نفتی و قدرت فروخته شده بود چند سالی مانده بود. نوبت عاشقی حتی در خیال نمی‌گنجید. تا 63 فیلم تار عنکبوت آقای مسعود بهنود را علاوه بر سینماها از تلویزیون هم نشان می‌دادند. تلویزیون را مردم کنایه از برنامه‌های یک نواخت جعبه ریش و پشم می‌نامیدند. بعد از ظهرهای جمعه شاهد بودیم که آقای مسعود بهنود در این فیلم که نام آن از آیه‌ای از قرآن الهام می‌گرفت به زبان وطن و قلم خود می‌گفت که همه روزنامه‌نویسان و روشنفکران منتقد نظام بندگان فراماسونری و دستگاه‌های جاسوسی خارجی بوده‌اند. تنها نشریات مستقل مورد توجه مردم دانستنی‌ها بود، علمی و فیلم و حمل و نقل. باقی هرچه بود مجله و روزنامه‌های دولتی و نیمه دولتی بود. ناشران به چاپ کتاب‌های کلاسیک روی آورده بودند.
سانسور مستقیم بود و خودسانسوری بود و بهره‌گیری از کاغذ با نرخ دولتی برای تحمیل بیشتر سانسور. چند کتاب فروشی جلوی دانشگاه به لباس فروشی تغییر شغل دادند. بر دانشگاه آقایان دکتر شریعت مداری و دیگر بزرگان ستاد انقلاب فرهنگی و جهاد دانشگاهی و هایدگر وطنی آقای دکتر رضا داوری شاگرد آقای احمد فردید و استاد آقای یوسف علی میرشکاک حکومت می‌کردند. آقای یوسف علی میرشکاک که او را ما میرهتاکان می‌نامیدیم با نوشتن فحشنامه پیر سلطنت آباد علیه شاملو در کیهان به شهرت رسیده بود. وزارت آموزش و پرورش در کار تربیت نسلی بود که قرار بود در دامان اسلام عزیز به جوانی مقید به احکام الهی اسلام و تابع نظام و بیخبر از تاریخ و جهان بدل شوند. مربیان تربیتی در مدارس بچه‌ها را به جاسوسی علیه والدینشان مجبور می‌کردند. مردم در خیابان‌ها با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی عقده‌های تاریخی ملتی را که همواره از سوی خارجیان فاتح تحقیر شده بود، در رویای مشت زدن بر دهان قدرت‌های بزرگ دنیا می‌شدند. ما ملتی که در سراسر تاریخمان از بحران هویت رنج برده بودیم، ما که همواره از هویتی گفته بودیم که می‌خواستیم داشته باشیم و هرگز نداشتیم، اکنون هویتی داشتیم. ملت مسلمان ایران که البته نجیب هم بود و سر به تسلیم فرود آورده بود. ملتی که الله رسالت تاریخی الهی جهانی کردن اسلام را بر عهده او گذاشته بود. اکنون جهان و تاریخ به صدای ما گوش می‌داد. بیشترین توده‌های ملت نشئه بودند و سرکوب روشنفکران، اعدام‌های اوین، شکنجه، خرد کردن زنان، سانسور، قتل فرهنگ و ویرانی کشور نمی‌دیدند. تاریخ را پیش چشمانمان تحریف می‌کردند. مدیران تالار وحدت تئاتر را تعطیل کرده بودند. حکومت از اجرای زنده می‌ترسید. سینما را آقای محمد بهشتی، رئیس بنیاد فارابی، به سینمای جنگ، سینمای عرفان، سینمای جشنواره سوق می‌داد. آقای عباس کیارستمی با سرمایه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حمایت فارابی و وزارت ارشاد فیلم‌های عرفانی جشنواره پسند می‌ساخت و بهرام بیضایی منزوی برآورده شده از دانشگاه و تئاتر در خانه مادری خود فیلمنامه می‌نوشت. چاپ آثار شاملو ممنوع بود. هر روز لطیفه‌ای تازه بر زبان‌ها می‌چرخید و نظام را به سخره می‌گرفت. حزب الله وابسته به بازار و هیئت‌های مؤتلفه که با حزب الله وابسته به آقای موسوی نخست وزیر مورد حمایت آقای خمینی در تضاد بود، در نماز جمعه عکسی از همسر او خانم زهرا رهنورد در میان نمازگزاران توزیع کرد. چشم نمازگزاران به مینیژوب خانم رهنورد در زمان طاغوت باز شد. اسلام عزیز کمی به خطر افتاد. اما حتی این عکس نیز خاطرات زمانی که نخست وزیر نقاش بود و اهل هنر و به تالار قندریز رفت و آمد می‌کرد در ذهن او زنده نکرد. هنوز تا زمانی که آقای موسوی به تجربه دریابد که از استبداد جز ویرانی به بار نمی‌آید 1 دهه و نیم مانده بود. تجار راست در صندوق قرض‌الحسنی اسلامی، وزارتخانه‌های بازرگانی و نفت و دفاع و کمیته‌های خرید اسلحه‌های دلارهای بادآورده درو می‌کردند. خانواده آقای هاشمی رفسنجانی می‌رفت تا به یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان بدل شود. فعالان جناح چپ که هنوز رفرمیست نشده بودند، در دادگاه و دادستانی انقلاب به پاک کردن الاقرار اسلامی از کفار و منافقین مشغول بودند. آقای اکبر گنجی که بعدها به یکی از شجاعترین روزنامه نویسان مدافع آزادی بیان بدل شد، هنوز در اطلاعات سپاه تئوری‌های انقلابی می‌نوشت. آقای سعید حجاریان از تئوریسین‌ها و مدیران بعدی اصلاحات در کار سازماندهی وزارت اطلاعات بود. آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه بود. آقای موسوی خوئینی‌ها دادستان بود و آقای عباس عبدی مدیری فعال در جلادخانه اوین. جناح چپ هنوز بر طبل جنگ با آمریکا می‌کوبید و مستضعفین هنوز وارثان زمین بودند. تا انتشار روزنامه سلام، لیبرال شدن آقای خوئینی‌ها و عبدی و دست دادن آقای عباس عبدی با گروگان آمریکایی سابق خود، تجربه‌های تلخی در راه بود که بهای سنگین آن را ملت ایران با فقر، تورم، افلاس و نابودی اقتصاد خود می‌پرداخت. آقای محمد خاتمی وزیر ارشاد در ستاد تبلیغات جنگ در بوق فتح کربلا و غلبه اسلام بر کفر و پیروزی معنویت بر مادیگری می‌دمید و در وزارتخانه خود از سانسور معتدل حمایت می‌کرد. هنوز تا انشعاب روحانیون چپ از روحانیت راست و خانه‌نشینی آقای محمد خاتمی و ظهور او چون رهبر اصلاحات، تلاطم‌ها و تجربه‌های تلخی در راه بود. در سایه اقتصاد سایه، دلالان و وارد کنندگان اسلحه و کالا با تبدیل پورسانت‌های دلاری خود به تومان که هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شد، فربهتر می‌شدند.
کار ارز فروشان و دلال‌های ارز سکه بود. نظام ارزشی جامعه به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، درآمد و ثروت و شغل هر روز بیشتر رنگ نظام ارزشی دلال‌های بازار را به خود می‌گرفت. حتی در معماری داخلی خانه‌های نوکیسه‌ها شیوه‌های بازاری پسند مبتذل مد روز می‌شد. تضاد بین بازاریان و سرمایه‌داران نوکیسه و جناح نخست وزیری موسوی بین اقتصاد دولتی و آزاد بالا می‌گرفت. تا ظهور رفرمیست‌های مذهبی چون نیروی مؤثر بر جامعه هنوز چند سالی مانده بود. خانم شهلا شرکت که بعدها مجله زنان را برای فمینیست‌های اسلامی پایه گذاشت هنوز در مجله زن روز کیهان کار می‌کرد و آقایان شمس ماشاءالله شمس‌الواعظین و رضا تهرانی در کیهان فرهنگی با میر شکاک‌ها و داوری‌ها و دیگر اصحاب نظریه تهاجم فرهنگی چای می‌خوردند. سالیانی باید می‌گذشت تا خانم شهلا شرکت و آقایان شمس‌الواعظین و تهرانی و دیگران از مؤسسه کیهان که بنیادگرایان چپ آن را اشغال کردند جدا شوند و زنان و کیان را راه بیاندازند تا کیان به برکت شجاعت حرفه‌ای شمس ماشاءالله شمس‌الواعظین و به نعمت اندیشه و دانش و نثر زیبای دکتر عبدالکریم سروش به یکی از اثرگذارترین نشریات ایران و یکی از زمینه‌های اصلی اصلاح طلبی مذهبی بدل شود. آقایان مهندس مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی و حبیب الله پیمان و علی اردلان و داریوش فروهر به اجبار خانه‌نشین بودند. بردن نام جبهه ملی در مطبوعات جز برای دشنام دادن ممنوع بود و دفتر نهضت آزادی را در خیابان مطهری مصادره کرده بودند. جامعه اما در خروش بود و چشم انتظار شکاف در دیوار شب. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com حافظ معاصر، زنگ در افتادن شکاف اما حتی پیش از مرگ آقای خمینی و پایان جنگ شنیده شد. از اولین بمب‌ها نواری بود با صدای آقای محمد رضا شجریان و سنتور آقای پرویز مشکاتیان و شعر حافظ. اقبال مردم به این نوار در آن سالها شاید تنها با استقبال مردم از خروس‌زری شاملو سنجیدنی بود. خروس‌زری را در آن سالهای سیاه و وحشت و بگیر و ببند، در سالهایی که گاه کافی بود به تصادف به دام گشت خیابانی سارالله بیفتی تا جسدت را چند روز بعد به خانواده‌ات تحویل دهند، نه فقط بچه‌ها که بزرگان نیز بارها و بارها می‌شنیدند. روباه دمش درازه، هیلچی و حقه بازه، تا چشم به هم بذاری می‌بینی که سر نداری. از دلایل گل کردن این نوار شجریان مشکاتیان یکی ممنوعیت‌هایی بود که حکومت بر موسیقی تحمیل کرده بود. نظام اسلامی در آغاز با موسیقی میانه‌ای نداشت. تا پیش از مشروطه اغلب علمای شیعه نقاشی جز مینیاتور و تذهیب، موسیقی، رقص و پیکره‌سازی حرام می‌دانستند یا مکروه. در سنت‌ها و اخلاقیات ملی ما نیز نقاشی، رقاصی و نوازندگی مشاغلی پست تلقی می‌شد و مطرب و رقاص واژه‌هایی توهین‌آمیز. به حالی که خطاطی، تذهیب و مینیاتور چون ایلاستریشن یا ایلوستراسیون برای مصور کردن کتاب‌ها به دربارها و دیوانها و حوزه‌های علمیه ارتقا می‌یافت. توضیح حاشیه: ایلوستریشن یا ایلوستراسیون تصویرسازی یا تصویرگری. ادامه متن. نقاشی، قهوه‌خانه و سقاخانه و پرده و موسیقی و رقص‌های محلی در میان مردم زنده ماند. به دوران قاجار موسیقی ردیف به دربار امکان رشد یافت. بر بستر مشروطه دو گرایش حفظ ردیف و اجرای آن به شیوه قدما، میرزا حسین قلی و حبیب سماعی و متحول کردن موسیقی ایرانی و تلاش برای چند صدایی کردن آن، کلونل وزیری و نشانه‌هایی بود از آن که تضاد بین سنت و مدرنیته و ناهماهنگی قوالب سنتی با نیازهای زمانه به موسیقی رسمی ما نیز راه یافته است. از بستر گرایش چند صدایی کردن موسیقی ایرانی، چهره‌هایی چون صبا و دهلوی و خالقی و محجوبی و در آمدند و آثاری که برای اجرا در برنامه‌های گلها ساخته شد.
از اواخر دهه 40 گرایش بازگشت به خویشتن دغدغه همواره هویت سر برداشت. واکنش در برابر مدرنیته تقلیدی و تحمیلی حتی به دربار نیز راه یافت و به مثل شهبانو فرح بود که می‌خواست جنبش حفظ بافت سنتی تهران راه بیاندازد که چون همه جنبش‌های فرمایشی به تشریفات مضحکه تقلیل یافت. در محافل روشنفکری منتقد نظام، نسیم بازگشت به خویشتن از مبارزات ضد استعماری می‌وزید و به مثل از کتاب‌های ام سزر و فرانتس فانون و آلبرت میمی به ترجمه کسانی چون منوچهر هزارخانی و البته غرب زدگی جلال. در سوی آنان که به حکومت راه داشتن نیز بازگشت به خویشتن همراه بود با به مثل بحث‌های شفاهی آقای احمد فردید در فلسفه و بحث‌های ژورنالیستی و تنگمایه آقای دکتر احسان نراقی در کتاب آنچه خود داشت و مباحث جدی آقای داریوش شایگان در آثاری چون آسیا در برابر غرب و بوتای ذهنی و خاطره ازلی و در این موج بود که به برکت استادانی چون نورعلی خان برومند مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی راه اندازی و تقویت شد تا میراث پرارج موسیقی سنتی ایران حفظ کند. اما کسانی حفظ سنت پرارج را بازگرداندن موسیقی ایران به سنت‌های عصر قجر تعبیر کردند. تناقضی دیدنی بود هنگامی که در جشن هنر شیراز آوانگاردترین جنبش‌های هنری جهان دعوت می‌شدند تا در حضور شاه و شهبانو فرح آخرین آثار خود را که در اروپا و آمریکای آن زمان تجربی تلقی می‌شدند در کنار موسیقی سنتی ایرانی اجرا کنند که حتی نورپردازی‌های حافظیه نیز نمی‌توانست چین و چروک‌های پیری از چهره خسته آن پاک کند. در آن سوی تناقض مدرنیته تقلیدی قالب‌های مدرن و سوپرمدرن را جدا از محتوا و متنشان می‌گرفت و در متنی متفاوت به چشم مخاطبان حیرت زده به کمدی‌های ارزان تقلیل می‌داد. چنین بود که ساکنان محله‌های فقیرنشین شیراز با چشم‌های حیرت می‌دیدند که به مثل آقای اشتکهاوزن آلمانی با دیگ و بادیه و قابلمه نواهایی برای آنان نامفهوم می‌نوازد و آقایان پیتر بروک و گروتوفسکی و دیگر خلاقان تئاتر تجربی آثاری به صحنه می‌بردند که نه فقط برای مردم که حتی برای اهل تئاتر ایران نیز هنوز نامفهوم بود. احیای موسیقی سنتی اما با استقبال وسیع بخشی از مردم و بیشتر روشنفکران روبرو شد که از موسیقی سبکمایه و بازاری رادیو و تلویزیون خسته بودند. به فرموده تئاتر ایران باید که یک شبه از تخت حوزی و تعزیه به تئاتر تجربی سوپرمدرن پرتاب می‌شد. پس کارگاه نمایش را در مقابل تئاتر سنگلج تقویت می‌کردند و آقای عباس نعلبندیان را در برابر ساعدی. نمایشنامه نویسی مدرن فارسی با بلبل سرگشته علی نصیریان، آثار اکبر رادی، روزنه آبی و ارسیه ایرانی، غلام حسین ساعدی، چوب به دست‌های ورزیل و آی با کلاه و آی بی کلاه و بهرام بیضایی، غروب در دیاری غریب و پهلوان اکبر میمیرد و بعدتر اسماعیل خلج، گلدون خانم و حالت چطور مشرحیم به فرازهای درخور اعتنایی رسیده بود. اما دستور داده بودند که تئاتر از اعتراض و بنمایه‌های اجتماعی روز جدا شود. در یکی از آخرین جشن هنرها صحنه‌ای از یک تئاتر تجربی که در آن زن و مردی هماغوشی می‌کردند با تلویزیون‌های مداربسته برای اهالی محلی ما که از فقیرترین و کم سوادترین و مذهبی‌ترین محله‌های شیراز بود نیز پخش شد. مردمی که دختران خود به سختی به مدرسه می‌فرستادند و برای حفظ ناموس کارد می‌کشیدند و غمه ناباور به صحنه می‌نگریستند و به چشمای خود شک می‌کردند. آقای دستقیب که بعد از انقلاب امام جمعه شیراز شد، در وعظ جمعه شب خود در مسجد جامع شیراز به مردم گفت که بنگرید که با پول نفت شما که به نان شب محتاجید چه می‌کنند. بازار حفظ بافت سنتی شهرها، جنبش حفظ بافت محله ادلاجان تهران به رهبری شهبانو و به کارگزاری آقای کامران دیبا احیاء نقاشی قهوه‌خانه و سقاخانه و پرده و اشاعه موسیقی سنتی داغ شد. دربار از سوی از آنچه هنر غربی میپنداشت حمایت میکرد. نقاشی آبستره، موسیقی سمفونیک، تئاتر تجربی و از دیگر سو از هنرهای سنتی. برای دربار مهم جدا کردن هنر از اعتراض و مسائل جامعه بود. به زمانی که پرده‌های قلدر آقاسی، نقاشی قهوه‌خانه، مینیاتورهای مکتب حرات و خط رضا عباسی دوباره کشف می‌شدند، ویولون و پیانو از ارکستر موسیقی ایران حذف شد و کمانچه که قرار بود جای ویولون را بگیرد از فراموشی نجات یافت. بازارخبرهایی چون آقایان آیدین آغداشلو در هنرهای تجسمی و دکتر داریوش صفوت در موسیقی سکه بود.
اما هم در میان شاگردان آقای نورعلی خان برومند در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی بود که هنرمندانی معترض چون آقایان محمد رضا لطفی و حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان با همان سازهای سنتی تار و تنبک و کمانچه و در همان ردیف‌های بسته میرزا حسین قلی ساز مخالف کوک کردند و به راهنمایی آقای هوشنگ ابتهاج که شعر کلاسیک و موسیقی ردیف به خوبی میشناخت در برنامه گلچین هفته در رادیو نوای دیگر سر دادند. همین گروه بودند که مدرسه چاوش بنیاد نهادند که نظام اسلامی همراه با بستن کانون نویسندگان آن را تعطیل کرد. بستن چاوش اما نه به معنای مخالفت نظام اسلامی با موسیقی سنتی که نتیجه عناد نظام با گرایش‌های سیاسی مدیران و استادان چاوش بود. در ساختار حکومتی ایران دست کم از عصر ساسانی تا دوران پهلوی اول نهاد روحانیت رسمی شریک کم قدرت‌تر و منتقد حکومت بود و معارض آن. شریکی که حکومت را حق خود می‌دانست یا حق امام غایب. از مزایای شریک دوم بهره‌مند بود اما در نقش انتقادی خود به مردم می‌گفت که شاهان رخصت نمی‌دهند تا قانون خدا بر زمین جاری شده و جهان به بهشت بدل شود. به دوران پهلوی اول و دوم به ویژه پس از اصلاحات 1341 نقش دوگانه روحانیت به پایان آمد و سلطنت شریک منتقد خود از حکومت راند. روحانیت به جیره‌خوار بدل شد یا به اپوزیسیون. پس از انقلاب اسلامی روحانیت مدیریت جامعه بر عهده گرفت. فرایند تبدیل روحانیت از اپوزیسیون ضد مدرنیته به حکومتگران جامعه‌ای در حال گذار به مدرنیته. فرایندی که روحانیت به اسلام ایران را دگرگون کرد آغاز شد. مدیریت جامعه هر روز مسائل تازه‌ای در برابر روحانیت حاکم می‌نهاد و آنان به ناگزیر می‌باید که با رفرم، با اصلاح و نواندیشی و بازخوانی و تفسیر مبانی و متن‌ها پاسخ‌های مناسب فراهم آورند. اجتهاد و مصلحت نظام چون دو اهرم کارساز به کار آمد. در اولین گام‌ها در زمینه فرهنگ، مدیریت رادیو و تلویزیون، دستگاه‌هایی که می‌توانست در خدمت تبلیغات نظام به کار آید، ایجاب کرد که موسیقی نیز آزاد شود. با تفسیر یکی از فتواهای آقای خمینی، موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی سنتی ایران با حذف صدای زنان غیر مطرب شناخته و از رادیو و تلویزیون پخش شد. نشان دادن ساز و نوازنده از تلویزیون اما مکروه بود و ممنوع. در گام بعدی وزارت ارشاد به پشتیبانی آقای خمینی به حمایت از موسیقی سنتی برخاست که در دهه اول انقلاب صفت عرفانی را نیز یدک می‌کشید. هنرستان موسیقی به شیوه جمهوری ریا به مرکز آموزش سرود و آهنگ‌های انقلابی تغییر نام داد. آموزش و ورود گیتار، اجرای موسیقی پاپ و راک و جاز و ممنوع بود، اما تدریس پیانو و سازهای ایرانی مجاز شناخته شد. در بخش موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا تنها تفسیر عرفانی آقایان دکتر داریوش صفوت و مجید کیانی مجاز بود. وزارت ارشاد اسلامی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و تحمیل هویت اسلامی به جامعه ایرانی به حمایت از هنرهای سنتی برخاست. ارشاد اسلامی با حمایت آقای خمینی و به رغم بنیادگرایان متحجر برای اشاعه موسیقی سنتی، خطاطی، تذهیب و تعزیه سرمایه‌گذاری کلانی کرد. نظام استبدادی بود و در زمینه هنرها نیز حمایت به شکل سرمایه‌گذاری و تشویق از سوی و حذف رقبا سانسور از دیگر سو تحقق یافت. نمایشگاه‌های نقاشی با هزاران مانع روبرو بودند، اما انجمن خوشنویسان روز به روز بزرگتر می‌شد. در موسیقی آنچه بیرون از ردیف اجرا می‌شد اجازه پخش نمی‌گرفت. خط و نقاشی خط که سنت ما بود قرار بود جای گرافیک و نقاشی را بگیرد که مدرن و غربی تلقی می‌شدند. کشتی و تیراندازی جای فوتبال و تنیس را که رهاورد غرب بودند و کمانچه جای ویولون را. روی آوردن گسترده مردم به موسیقی از نیاز آدمی به هنر برمی‌خواست و هم واکنشی بود علیه نظام اسلامی. ارشاد اسلامی با احتیاط و پوشیده از موسیقی سنتی حمایت می‌کرد. مردم اما این می‌دیدند که بسیاری از سران و نهادهای نظام با موسیقی عناد می‌ورزند. نوارهای قدیمی و آنچه از لس آنجلس می‌رسید در میان مردم دست به دست می‌شد. استقبال گسترده از آن نوار شجریان مشکاتیان اما دلیل دیگر نیز داشت فراتر از نیاز به هنر و دهنکجی به حکومت. شعر حافظ که آقای شجریان خواند چون بسیاری از دوره‌ها در تاریخ ما معاصر بود و حکایت سیاه‌روز به زبان کهن می‌گفت. ضربه 60. امیدهای مردم به تحقق عدل علی، بهشت خدا، آزادی و عدالت و به روزی بر باد رفته است.
هیچ کس از نگاه تیزبین و بیرحم پاسداران و کمیتیچی‌ها در امان نیست. گشت‌های خیابانی همه چیز و همه کس را کنترل می‌کنند. حتی کنج خانه خود در امان نیستی. زنان را همه جا تحقیر می‌کنند. جایی نداری تا بر خود و بر خود کرده خود بگری. 10 جوان پرشور در زندانند. هر ماه گروهی در ملأ عام با جرثقیل یا در اوین و این و آن زندان اعدام می‌شوند. در شوهای تلویزیونی دادستان انقلاب آقای لاجوردی اسیران شکنجه شده به همه جرائم دنیا اعتراف می‌کنند. بر مردگان خیش نظر می‌بندی و نوبت خود انتظار می‌کشی. شعر حافظ تصویر کننده فضایی است که یاری اندر کس دیده نمی‌شود. دوستی به آخر رسیده است. مهربانی سر آمده است. حق دوستی از یادها رفته است. لعلی از کام مروت بر نمی آید. آب حیوان تیرگون شده است. گل از رنگ خود گشته است. زهره سازی خوش نمی سازد. ذوق مستی در مردمان نمانده است. کس به میدان بر نمی آید. تو گویی که حافظ ایران سالهای 60 تا 64 را تصویر می کند. انگار این مردم بیپناه و شکست خورده اند که با زبان لسان الغیب به خود میپرسند که یاران و دوستداران و شهریاران و حق شناسان و تابش خورشید و خضر فرخ بی و هزاران و میگساران و سواران را چه شد؟ شعر کارکردی معاصر می‌یابد. نوار گل می‌کند. نظام پیام استقبال مردم می‌شنود. آقای هادی غفاری نماینده بنیادگرای مجلس که هنوز اصلاح طلب نشده است در نطق پیش از دستور با آقای شجریان حمله می کند و نوار محبوبتر می شود. از ضربه 60 تا سال 64 سانسور خودسانسوری در اوج بود. نشریات تعطیل بود و پاتوق‌ها بسته. روزنامه نویسان حرفه‌ای و مستقل به مجله‌های تخصصی پناه برده بودند. نویسندگان می نوشتند و در محفل‌های نچندان باز می خواندند. جامعه زنده بود و روشنفکران نیز. هر جا که جمع می شدیم در بیشتر محفل‌های ما بحث کانون هم بود. بازبینی گذشته و راهیابی برای فعالیت آینده. من در نشریات تخصصی کار می کردم. نقد و داستان هم می نوشتم که جایی برای چاپشان نداشتم. تنها امکان جمع شدنمان میهمانی‌های خانوادگی بود و کلاس‌ها و دوره‌ها و جلسه‌های نچندان باز شعر و داستانخوانی تا آدینه درآمد. آدینه. نخستین شماره آدینه به سال 1364 منتشر شد. حکایت آغاز آدینه را تا آنجا که سانسور رخصت می‌داد در مقاله‌ای با عنوان روایت آغاز به مناسبت 10مین سال انتشار آدینه نوشتم که در آدینه شماره 100 و در کتاب شب دردمند آرزومندی آمده است. فشرده آن که به آقای غلام حسین زاکری امتیاز نشر مجله‌ای فرهنگی و اجتماعی دادند. آقای غلام حسین زاکری به دوران شاه گوینده رادیو بود و در سال 1364 که آدینه را منتشر کردیم، کارمند سازمان سروش جایگزین تماشا وابسته به رادیو و تلویزیون. 7 یا 8 شماره پس از انتشار آدینه از سازمان دولتی سروش اخراج شد. با سیروس علی نژاد آشنا بود. سیروس که از بهترین روزنامه نویسان ایران است به دوران شاه از روزنامه آیندگان اخراج شده بود و مدتی در زندان سر کرده بود. پس از انقلاب در تهران مصور معاون سردبیر بود و رئیس من. آقای زاکری و سیروس با آقای مسعود بهنود آشنا بودند. آقای غلام حسین زاکری امتیاز پروانه نشر داشت اما تخصص و دانش و سرمایه نداشت. سیروس را به سردبیری برگزید و آقای مسعود بهنود را به مشاورت. بعدتر که امکانات و روابط آقای مسعود بهنود دانست همه جا در موارد حساس با او رایزنی می‌کرد و آقای بهنود شد تضمین دوام مجله. آقای مسعود بهنود روزنامه نویسی چیره دست و باهوش بود. به دوران شاه کوتاه زمانی با روشنفکران معترض پریده بود اما با موقع شناسی که در اوست به سرعت دریافته بود که باد از کدام سو می‌وزد. خود در باند نخست وزیر آقای عباس هویدا جا کرده بود و در آیندگان آقای داریوش همایون نیز مدتی سردبیر بود. از معدود گویندگان رادیو بود که بدون نوشته و بازبینی حق داشت برنامه راه شب را اداره کند. در تلویزیون دولتی نیز برنامه‌ساز و مفسر سیاسی مورد اعتماد بود. شامعی قوی داشت در تشخیص قدرت، سازش با قدرت را استلزام حضور مدام خود در رسانه‌ها می‌دید. با روشنفکران مستقل نیز کنار آمدن و همکاری می‌دانست و هر جا که سردبیر بود یا نفوذی داشت
حضور محدود آنان را مشوق بود. پس از انقلاب سردبیر تهران مصور بود. شیوه دیگر کرده بود و به پسند روز نان از دشنام دادن به خاندان پهلوی و آقای عباس هویدا می‌خورد که به نظام پهلوی حامی او بود. در تهران مصور دست سیروس و یکی دو روزنامه نویس چون مرا باز گذاشته بود. با بسته شدن نشریات و ضربه 60 کوتاه مدتی به اتهام همکاری با رژیم سابق به زندان افتاد. آنجا کار خود کرد و هرچه بود پس از آزادی به حلقه‌هایی از قدرت و به باند آقای هاشمی رفسنجانی راه یافت که در مقالاتش در آدینه و نشریات دیگر او را سردار سازندگی و تالی امیرکبیر می‌خواند. تعادل را هم رعایت می‌کرد و هر جا که از سردار سازندگی می‌گفت از رهبر نظام نیز چون ستون خیمه یاد می‌کرد. شهرت داشت که فدیه آزادی او از زندان فیلم تار عنکبوت است که سناریوی آن را نوشت و در آن بازی کرد و بهای حضور او در بیشتر مطبوعات طرح خواستهای نظام در رسانه‌های غیر دولتی. به عنوان روزنامه نویسی که درباره مسائل ایران و تاریخ معاصر می‌نویسد، شهرت و خوانندگان بسیار داشت. هر شماره مجله آدینه مقاله‌ای از او باید که در صفحه‌های اول مجله چاپ می‌شد و اغلب درباره مسائل روز ایران. نثری ساده و روان و پرکشش داشت. به نعل و میخ می‌زد و در نان قرض دادن به این و آن صاحب قدرت و مکنت بود. تصویرگری که از لوازم گزارش نویسی است خوب می‌دانست و غمزه‌های زیبا در قلم می‌کرد. این همه چنان بود که اشتباهات بسیار و اطلاعات غلط و بافته‌های مجعول که در نوشته‌های او فراوان است از چشم خواننده کم سواد و آسانگیر پوشیده می‌ماند. در آدینه هیچ کس جز او حق نداشت که درباره مسائل حاد ایران بنویسد و هیچ مقاله‌ای در نقد نوشته‌های او حتی در نشان دادن بافته‌ها و اشتباهات فاحشی که در مقالات او بود چاپ نمی‌شد. تا من سردبیر بودم این روال یکی از شرایط اصلی آقای غلام حسین زاکری بود به بهانه حفظ تعادل. من نیز این پذیرفته بودم که در آن سالها چاره جز این نبود و آن خدمت‌ها که آدینه کرد به سازشی چنین سر بود. باهوش بود و خوش سخن و در دوستی آنگاه که پای روابط سیاسی او در کار نبود مهربان. سیروس علی نژاد در روزنامه نویسی قوی دست بود و استاد. نثر زیبا و درست او، آن دقت‌ها و سخت‌کوشی‌ها که در کار می‌کرد و شرافت حرفه‌ای او زبان زد بود. درد مطرح شدن و بودن به هر بها نداشت و قلم به ناحق نمی‌گرداند. سیروس مرا به معاونت برگزید و مسئول بخش فرهنگی آدینه تا زمانی که به دنیای سخن رفت و من سردبیر آدینه شدم. در آغاز تلاش برای یافتن سرمایه‌گذار برای آدینه به جایی نرسید که در آن دوران هیچ کس سری را که درد نمی‌کرد دستمال نمی‌بست و هیچ آدم عاقلی وقت و سرمایه و جان برای نشریات فرهنگی و اجتماعی نمی‌گذاشت. جز مجله‌های تخصصی چون حمل و نقل و فیلم و دانستنی‌ها هیچ نشریه مستقلی منتشر نمی‌شد و مردم با دکه‌های مطبوعاتی قهر بودند. من و سیروس و یزدان برادر سیروس و آقای زاکری 25,000 تومان آن زمان گذاشتیم تا انتشار آدینه ممکن شود. بعدتر که مجله به درآمد رسید ما شدیم حقوق بگیر و آقای غلام حسین زاکری شد صاحب اختیار که پروانه نشر از آن او بود. اولین شماره آدینه با تیراژ 1000 به قطع و شمایل لوموند منتشر شد. پس از 10 شماره به دلیل مشکلات مالی انتشار آن چند ماهی در محاق افتاد. با سرمایه‌گذاری تازه آدینه در قطع مجله درآمد و تیراژ آن به تدریج به 50,000 رسید. عنوان سرمقاله اولین شماره بود آدینه برای جامعه‌ای آگاه‌تر به قلم سیروس و با امضای زاکری. دوام آدینه را نه ما و نه دیگران باور نمی‌کردیم. در نخستین شماره‌ها برخی ایرانیان خارج از کشور بوی توطئه شنیدند. گفتند که نظام آدینه را درآورده است. روزنامه نویسان وابسته به نظام و وزارت تازه تأسیس اطلاعات هم آدینه را حاصل ائتلاف اپوزیسیون ورشکسته چپ و روشنفکران غرب زده دانستند. هوشنگ گلشیری و ابوالقاسم انجوی و جواد مجابی و دیگر اهل قلم از اول دل در کار نهادند. هوشنگ را پیش از انتشار آدینه در جریان گذاشته بودم و از مشوقان ما بود. تا چند شماره بیشتر مقاله ها را بی امضا چاپ می کردیم مبادا که به خشم آیند. اولین مقاله ای از من که امضا داشت در شماره 5 یا 6 آدینه چاپ شد. نوشته ای بود با عنوان یادگاری سمج از حقیقتی انکار شده درباره کلاه کلمنتیس میلان کندرا و با طرح زیبایی از علیرضا اسپهبد در شناساندن تمهیدهای نظامهای توتالیتر در جعل تاریخ.
اولین شعری که چاپ کردیم از آقای محمد حقوقی بود که به او کمتر از دیگران حساسیت داشتند و اولین مقاله ادبی به قلم آقای انجوی بود درباره حافظ تا سال 1375 که آدینه به تدریج آن شد که بود. به گمان من مدیران نظام به زمانی که امتیاز آدینه صادر کردند تصوری از آنچه آدینه خواهد شد نداشتند. ما هم می‌خواستند فضا را بازتر کنند، به نمایش دموکراسی احتیاج داشتند، از سر عقل به این نتیجه رسیده بودند که روشنفکران و بخش اصلی فرهنگ مملکت را نمی‌توان یکسره نادیده گرفت. در پی بهره‌گیری از روشنفکران بودند علیه آنچه تحجر مذهبی می‌خواندند و آقای خمینی با آن مخالف و درگیر بود، خطا کردند و اشتباه محاسبه بود، نمی‌دانم، اما این بود که در سال‌های 63 و 64 و 65 سیاست‌های نظام سمت تازه‌ای گرفت. اداره زندان‌ها کوتاه مدتی به پیروان آقای منتظری واگذار شد که هنوز امید امام و امت بود و با سرکوب و خشونت در زندان‌ها به مخالفت برخاسته بود. با برکناری موقتی آقایان اسدالله لاجوردی و حاج داوودی و حاج رحمانی از اوین و قزلحصار و گوهردشت رفتار با زندانیان بهتر شده بود. معدودی آزاد شدند. فرمان 8 ماده‌ای آقای خمینی کمیته و سپاه و دادگاه‌های انقلاب را از تندروی برحذر می‌داشت و برای مجله آدینه امتیاز نشر صادر شد. شماره اول را با بیم و امید منتشر کردیم. دست به عصا می رفتیم. مردمی را باید جلب می کردیم که نشریات را کاغذ پاره‌های تبلیغاتی حکومت می دانستند. روشنفکرانی را باید جلب می کردیم که دل از مطبوعات تک صدایی دولت برگرفته بودند. سرمان را هم باید می دزدیدیم تا به چشم اشقیا و حزب الله و روزنامه‌های فحاش نیاییم. تا 5 شماره تیراژ ما به آرامی بالا می رفت که یادداشتی چاپ شد در کیهان با جمهوری اسلامی که چه نشسته اید که روزنامه‌نگاران غیر خودی به میدان آمده اند. پشتبند این مقاله تهدیدآمیز متنی تحلیلی چاپ شد در کیهان هوایی به قلم آقای عبدالله شهبازی که آدینه را از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی دانسته بود و گفته بود که شکست خوردگان انقلاب اسلامی مبارزه با نظام را از عرصه‌های سیاسی و نظامی به فرهنگ کشانده اند و اسمی برده بود از من به شاهد مثال. تیراژ ما فزونی گرفت. آدینه پس از 10 شماره جای خود باز کرد. اما به دلیل مشکلات مالی چند ماهی در محاق افتاد و بعد با سرمایه گذاری کسی به شکل مجله حیات خود ادامه داد. در خاطرات خود حال اهل درد روایت 11 سال کار در آدینه به تفصیل نوشته‌ام. 30 روز پس از چندی از آدینه رفت و من تا 13 آبان 1375 که به زندان افتادم سردبیر مجله بودم. آدینه امکانی شد برای چاپ آثار روشنفکران مستقل ایرانی، بستری برای انتقال ادبیات و هنر معاصر به نسل جوانی که می‌خواستند او را از فرهنگ قبل از انقلاب اسلامی بیخبر نگه دارند. سرمشق و امیدی شد برای نشریات مستقل فرهنگی و ادبی که بعد از آدینه منتشر شدند. امکانی شد برای ارائه دستاوردهای هنری و ادبی و آراء متفاوت. محملی شد برای جمع شدن ما و نیز برای دیدار بچه‌های محفل‌های مختلف. در آدینه آرا و افکار گوناگون و آثار خلق شده در سبک و مکتب‌های متنوع چاپ می‌کردیم. پس از آدینه مجله‌های دیگری چون دنیای سخن و گردون و تکاپو نیز منتشر شدند. در تاریخ ایران کمتر مجله فرهنگی را می‌توان یافت که برد و نفوذ آدینه داشته باشد. آدینه 11 سال بستر خلاقیت‌های فکری روشنفکران ایران بود، مرجع بود. داوری درباره آدینه با من نیست که سردبیر و از بنیانگذاران آن بودم. تاریخ و آن که غربال دارد و از پی کاروان می آید بر کارنامه 11 ساله من در آدینه داوری خواهد کرد. تاریخ است که خواهد گفت آدینه چه نقشی داشت در بازتر کردن فضا و طرح مباحث گوناگون در جامعه بسته آن روزگار و چه اثری داشت بر نسلی که با آن بزرگ شد و چه اثری داشت بر فضای آن روزگار و چه نقشی داشت در انتقال فرهنگ نسل‌های گذشته به نسلی که در دامان جمهوری اسلامی چشم عقل باز می‌کرد و می‌خواستند رابطه فرهنگی او با گذشته قطع کنند. در آدینه بود که پس از سالها روشنفکران مستقل فضایی برای چاپ آثار و آراء خود یافتند و بحث‌ها از محافل بسته یا نیمه باز به مطبوعات راه یافت. آدینه بستری شد برای طرح دشواری‌هایی که با آن روبرو بودیم. در آدینه بود که به هنگام زلزله رودبار در سال 1369 برای اول بار پس از سالهای بحث کانون نویسندگان دوباره در مطبوعات مطرح شد. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی
آوای بوف. avayaboof.com. گام اول، جمع زلزله. سال 1369 زلزله رودبار رخ داد. دعوتی شد از جمعی از نویسندگان. گرد آمدیم تا یاری هموطنان مصیبت دیده را راهی بیابیم. مرادم از نویسنده در این متن همان سنت کانون است به معنای داستان نویس و شاعر و منتقد و نمایشنامه نویس و مترجم و محقق. مصادیق همان عبارت معروف منشور و متن 134. آن کس که اندیشه و تخیل خود می نویسد. جلسه زلزله در خانه منصور کوشان بود که بزرگ بود و مناسب برای جمع شدن. در اولین جلسه به گمانم محمد علی سپانلو بود یا هوشنگ که بحث بستر مشترک ما مطرح کردند و دیگران پی گرفتند. که بودیم ما و اشتراک ما در چه بود؟ تأکید شد که بستر مشترک ما، دلیل جمع شدن ما، اشتراک ما منشور کانون است و اساسنامه آن. در جمع آن شب بودند جوانترها که عضو کانون نبودند و کسانی که در گذشته از آن جدا شده بودند. آقایان محمود دولت‌آبادی و علی محمد افغانی به مثل که زمان انشعاب توده‌ای‌ها از کانون رفته بودند. اما همه آنها که دعوت شده بودند بر مبنای اساسنامه می‌توانستند عضو کانون باشند. اولین توافق همان شب شد که ما را تنها چتر منشور کانون مجتمع می‌کند. اندکی پول گرد آمد و جمع در جلسه دوم 5 نفر را سیمین بهبهانی، هوشنگ گلشیری، رضا براهینی، جواد مجابی و محمود دولت‌آبادی برای 6 ماه انتخاب کرد به عنوان سخنگویان جمع. مأموریتشان این بود که کمک‌های مالی نویسندگان برای کمک به زلزله زدگان گرد آورند و نیز بکوشند تا مجوز شعر و داستانخوانی در محلی عمومی به دست آورند. درآمد جلسه به زلزله زدگان اختصاص می‌یافت. کسانی نیز انتخاب شدند تا 2 مجموعه شعر و داستان برگزینند. درآمد این مجموعه‌ها نیز به زلزله زدگان اختصاص می‌یافت. من و غزاله علیزاده برای گزینش داستان‌ها و گردآوری مجموعه داستان انتخاب شدیم. شرح ماجرا نیز با حذف نام برخی از شرکت کنندگان در مجله‌ای چاپ شد. دوستان به ارشاد اسلامی رفتند و با معاون وزیر وقت ملاقات کردند. اما اجازه برگزاری جلسه شعر و داستانخوانی صادر نشد. در آن ملاقات سخنگویان جمع مسئله سانسور و کانون نهاد صنفی نویسندگان مطرح کردند و پاسخ‌های اغلب بی ربط شنیدند. اغتنام فرصت میزگردی گذاشتم در مجله آدینه با شرکت همان 5 سخنگوی جمع. در این میزگرد از ضرورت فعالیت علنی و احیاء کانون گفتیم و از سانسور. این میزگرد را تا آنجا که یادم هست در شماره 64 یا 65 مجله آدینه چاپ کردم. پس از هجوم و ضربه 1360 با چاپ این میزگرد در آدینه اول بار بود که بحث کانون نویسندگان، بحثی که در بیشتر محافل روشنفکری همیشه مطرح بود، دوباره به نشریات راه یافت. استقبال نویسندگان و خوانندگان از این میزگرد گسترده بود و واکنش اشقیا شدید. کسی پیام آورد که گفتند سر خود گیر و شیطنت نکن. جمع زلزله 6 ماهی بعد گسست، اما گامی مهم بود و زمینه‌ای بارآور برای تلاش بعدی، برای جمع مشورتی. البته مسائلی نیز در جمع مطرح شد، به مثل انتقادهای برخی جوانترها که خود را نسل سوم مینامیدند به هوشنگ. جمع زلزله ارتباطهای قطع شده احیا کرد، امیدهای مرده نیز. پس از پایان کار آن جمع ارتباطها برای احیای فعالیت کانون که خواست همگانی بود ادامه یافت. پس از ضربه 1360 و چند سالی دوری به هم نزدیکتر شده بودیم. واکنش حکومت هم آزمودیم و دیدیم که چندان که برخی میپنداشتن ضعیف نیستیم. گام بعدی جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود. جمع مشورتی کانون درآمد. درباره جمع مشورتی هر کس روایت خود میگوید و از منظر خود حکایت میکند. به آن روزگار بحث کانون در بیشتر محافل روشنفکری مطرح بود. پس هر که حکایت آن میکند که دیده است و روایت آن میگوید که در آن نقشی داشته است و البته از منظر خود. بر منظری بخشی از حقیقت روایت می شود. من به دلایلی از جمله موقعیتی که در میان همکارانم داشتم و نیز در آدینه و علایق شخصی و در بیشتر ماجراها بودم، اما روایت من نیز بخشی از حقیقت است. شناخت جمع مشورتی و سمت و سوهای آن، بی‌شناخت فضای آن سالها و بی‌شناخت مباحثی که در سالهای حیات جمع با آن روبرو بودیم ناممکن است. اگر آن فضا و آن مباحث نشناسیم، متن حوادث ندانیم، تصویر چندان روشنی از بسیاری از رخداده‌ها به دست نمی آوریم. پس نخست به فضا می پردازم و مباحثی که در جمع مشورتی مطرح بود و بعد به نقل حکایت جمع می روم.
استقبال وسیع از انتشار آدینه و دیگر نشریه‌های فرهنگی جمع زلزله و سرزندگی حیات فرهنگی غیرخودی‌ها حکومت را حساس‌تر کرد و بر نگرانی اصحاب نظریه تهاجم فرهنگی افزود. حمله‌های خود را شدت بخشیدند. توپخانه بولتن‌های اطلاعاتی، داخلی، کیهان هوایی، رسالت، جمهوری اسلامی، صبح و چند نشریه دیگر که به پشتیبانی وزارت اطلاعات مستظهر بودند علیه ما فعالتر شدند. روزی نبود که مقاله‌ای سراپا دشنام و ناسزا و افترا و خبری دروغی علیه ما چاپ نشود. فشارهای اطلاعات هم بود، احضار و تهدید و تعقیب و. از مهمترین دغدغه‌های برخی از ما مقابله با ترفند نهادهای موازی بود و از مهمترین بحث‌های جمع مشورتی یکی بحث ماهیت کانون بود. کانون نهادی بود صنفی، سیاسی، فرهنگی، دموکراتیک، صنفی سیاسی، صنفی فرهنگی. دیگر بحث ثبت رسمی کانون بود و بحث استقلال و ناوابستگی و بحث ذکر یا ذکر نکردن موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور. ترفند نهادهای موازی. تمهیدها در کار می‌کردند تا کانونی وابسته، بی خطر یا در ارتباط با خود پدید آورند. تلاششان برای تأسیس کانون نویسندگان مسلمان به جایی نرسید. پس بران شدند تا کانون نویسندگان ایران را مصادره کنند. رفتند به دنبال سیاستی که ساواک شاه در زمینه فرهنگ البته دیرهنگام پیشه کرده بود. جعل و ابداع نهادهای مشابه و موازی. پدید آوردن نهادهایی که به غیر خودی‌ها نیز راه می‌دهد اما کلیدها را در انحصار خودی‌ها نگه می‌دارد. به دوران پهلوی دوم ساواک در مبارزه با گروه‌های مخفی اپوزیسیون گاه سازمان‌های موازی و مشابه جعل می‌کرد برای خط دادن و به دام انداختن مخالفان. موفق هم بودند اغلب. به مثل تشکیلات تهران حزب توده به رهبری آقای عباس شهریاری معروف به اسلامی و مرد هزار چهره که بسیاری را به دام ساواک کشاند، یا گروه آقای احمد رضا کریمی که به نام سازمان مجاهدین همین نقش را بازی کرد. بسیاری به تور ساواک انداخت و خود از آنان بازجویی کرد. پس از انقلاب نیز گرچه در دادگاه انقلاب محکوم شده بود با آقای لاجوردی در بازجویی‌ها همکاری می‌کرد. پس از آزادی از زندان در پوشش فعالیت‌های فرهنگی کار خود ادامه داد و در مجله کلک و یکی دو نشریه دیگر به نام احمد کریمی می‌نوشت. یا آقای امیر فتانت که کرامت دانشیان و خسرو گل سرخی و را به دام مرگ کشاند. اینها اما در سیاست بود نه در فرهنگ. پهلوی دوم برخلاف پدر تا اواخر حکومت خود به نقش و تأثیر کارکرد فرهنگ بر جامعه بهای چندانی نداد. به گمانم 1354 یا 55 بود که بخش فرهنگی ساواک فعالتر شد. پلیسی کردن فرهنگ از بگیر و ببند و سانسور فراتر رفت. جعل نویسنده و شاعر و هنرمند و نهادهای موازی دستور روز شد. دریافته بودند که روشنفکران گرچه بی سلاح و فارغ از سیاست و قدرت به اتوریته‌های فکری تبدیل می‌شوند. با جعل چهره‌ها و نهادهای فرهنگی می‌کوشیدند روشنفکران معترض را از میدان به در کنند یا دست کم میدان را با رقبا و امکانات دولتی شایع پراکنی، تخریب چهره‌های مستقل و بر آنان چنان تنگ کنند که به انزوا رانده شوند. موفق نشدند. امر فرهنگ امر سیاست نبود. محافل فرهنگی باز تفاوت‌ها داشتند با گروه‌های زیرزمینی سیاسی. نهادهای مستظهر به پشتیبانی دولت اغلب با ادعای پاک کردن فضای فرهنگی از سیاست به میدان می‌آمدند و در فضای سیاسی شده و ملتهب آن سالها تیغشان کندتر از آن بود که بر جوانان شوریده و شورشی اثر کند. اقدامشان دیرهنگام نیز بود. جمهوری اسلامی اما حکومتی بود با فرهنگ و آشنا با کار فرهنگی. روحانیت خود لایه‌ای با فرهنگ بود و تولید کننده آثار فلسفی و دینی و اخلاقی. در میانشان کسانی حتی طبع شعر داشتند و به شیوه قدما شعر می‌نوشتند. روحانیت دستی قوی و پیشینه‌ای دراز در ردیه نویسی داشت و تجربه‌ای تاریخی در تبلیغات. مکلایان مذهبی نیز چون آقایان مهندس مهدی بازرگان و دکتر علی شریعتی و دکتر عبدالکریم سروش دستی قوی در خلق آثار فلسفی و دینی و اجتماعی داشتند و تأثیری بسزا بر تحولات فکری جامعه. پیش از انقلاب مسلمانان روحانی و مکلا با ادبیات و هنر معاصر بیگانه بودند و با آثار کلاسیک دمخور و آشنا.
آقای مرتضی مطهری با نوشتن داستان راستان، مجموعه داستان کوتاه، تلاش کرد که این عرصه را نیز در اختیار اسلام بگذارد. روحانیت اهل تبلیغ بود و بحث و جدل. پس از انقلاب با انحصاری کردن رادیو و تلویزیون و اندیشه خلق، فیلم‌های اسلامی نیز افتاد. روحانیت در سالهای آزادی اوایل انقلاب به یکی دو مناظره تلویزیونی با اکثریت به حزب توده تن داد. آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری و فرخ نگهدار در مقابل آقایان بهشتی و سروش مصباح زبان بریده می‌نمودند. حمایت از حکومت شاید دهانشان در دفاع از آراء فلسفی خود بسته بود. یکی آقای فرخ نگهدار از اکثریت در ساده‌ترین بحث ابتداییات فلسفه چنان درماند که نوبت خود به آقای احسان طبری داد و شیمی را با فیزیک چنان قاطی کرد که حیرت بینندگان برانگیخت. حکومت از همان روزهای اول انقلاب کار فرهنگی را در دستور کار گذاشت. نهادهای فرهنگی سابق چون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصادره کردند. نهادهای تازه‌ای نیز بنا نهادند. حتی دادگاه انقلاب آقای لاجوردی در اوین از کار فرهنگی غافل نبود. وزارت ارشاد اسلامی هدایت و سانسور کتاب به ویژه شعر و داستان و نقد ادبی، نقاشی، موسیقی و دیگر هنرها و مطبوعات را بر عهده داشت. بخش فرهنگی وزارت اطلاعات نیز از همان آغاز در کار پلیسی کردن فرهنگ بود. مرکز تحقیقات و پژوهش‌های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری هم بود. بنیاد فارابی برای کنترل سینما و مرکز هنرهای نمایشی ارشاد اسلامی در تالار وحدت برای کنترل تئاتر هم بودند. حوزه اندیشه و هنر اسلامی هم بود برای تربیت هنرمند و نویسنده و فیلمساز اسلامی و. اما با این همه کار در زمینه ادبیات و هنر بر آنان دشوار شد. یکی هم به دلیل آنکه مسلمانان معمم و مکلا گرچه در فلسفه و حکمت و نظریه پردازی دستی قوی داشتند و سابقه‌ای طولانی، اما در ادبیات و هنر و به ویژه در آنچه از مدرنیسم آمده بود سابقه‌ای نداشتند. مهمتر، خلاقیت با استبداد و فرهنگ تک‌صدایی نمی‌خواند. چند تنی که از خلاقیت بهره مند بودند به ناگزیر راه خود جدا کردند. حاکمان جمهوری اسلامی برخلاف قدرتمندان شاهنشاهی همواره مسائل جناحیشان را به میان مردم می‌بردند. در هر دعوای جناحی جناح‌ها می‌کوشند بخشی از مردم را علیه رقیب بسیج کنند. در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی و گروهی که بعدتر به کارگزاران سازندگی معروف شدند می‌کوشیدند تا در عرصه‌های مختلف از جمله فرهنگ نیروهای وابسته یا متمایل به خود را به نفع جناح خود فعال کنند. دنبال راه انداختن نهادهای موازی هم بودند. نهادهایی که به نیروهای غیر خودی راه می‌دهد اما کنترل و کلیدها را در دست خودی‌ها نگه می‌دارد. همان سیاستی که بعدتر رفرمیست‌های اسلامی در پیش گرفتند. ناگزیری‌ها و اقتضای زمانه هم بود. در میان روشنفکران و تولید کنندگان فرآورده‌های فرهنگی و در میان کانونیان هم بودند کسانی که مستقیم یا نامستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، به اغوای جاه و مقام و شهرت یا از سر اعتقاد به سازش‌های تاکتیکی و یا به امید یافتن مفری برای نفس کشیدن، بازیگران یا بازیخوردگان ترفند جعل نهادهای موازی بودند. بعد رسمی و علنی این سیاست را وزارت ارشاد انجمن‌هایی به وجود آورده بود وابسته به خود. با نویسندگان اما بر نیامده بودند. کانون نیز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و خوشنام‌ترین نهادهای غیردولتی NGO ایران پرآوازه‌تر و معتبرتر از آن بود که به راحتی بلعیده شود. کانونی به تمامی دولتی هیچ کس را نمی‌فریفت. پس بران شدند که با جاسازی دولتیان در کانون آن را بیچهره کنند. کانونی که به مثل مشاور رئیس جمهور وقت آقای عطاالله مهاجرانی از بانیان فعال شدن آن باشد و برخی چهره‌های فرهنگی معتدل حکومت از اعضای هیئت دبیران آن، کاری که با انجمن ویراستاران کرده بودند. بیشتر کانونیان به ویژه پس از تجربه‌های کانون در سالهای انقلاب دریافته بودند که آلودگی کانون به سیاست مخالف یا موافق کانون را از استقلال خود دور می‌کند. کانونی که سانسورچیان رسمی یا حامیان دولتی محدودیت‌های قانونی و فراقانونی اسلامی از مؤسسان آن باشند و در هیئت دبیران آن نشسته باشند، در خفقان آن روزگار محکوم میشد به پیروی از اقتضای سیاست و قدرت. چنین کانونی چگونه میتوانست بر منشور خود با هر گونه سانسور مبارزه کند؟ در سیاست که هدف کسب یا سهیم شدن در قدرت است، این یا آن گروه سیاسی مصلحت‌های سازمانی یا تاکتیکی خودگاه با حکومتیان پیوند میزنند. اما کانون نهادی است فرهنگی. پیوند کانون در سالهای انقلاب با گروه‌های سیاسی مخالف حکومت و با سیاست اپوزیسیون کانون را از ماهیت فرهنگی و منشور خود دور کرده بود.
از پیوند با حکومتیان معتدل و میانه رو و میانه باز نیز جز این انتظار نمی رفت. وفاداری به یکی از مهمترین بندهای منشور، دفاع از آزادی اندیشه و بیان، بی حصر و استثنا و مبارزه با هر نوع سانسور، جز در دوری از اقتضاهای سیاست مخالفان و موافقان ناممکن بود. در همان زمان مطلبی چاپ شد در مجله گردون که چراغ کانون نویسندگان را روشن باید کرد. در این گزارش به دولتمردان و حکومتیان اهل فرهنگ هم اشاره شده بود. نام آقای عطاالله مهاجرانی مشاور رئیس جمهور وقت و کسانی دیگر از گروه کارگزاران سازندگی بر زبان برخی آمد. پیش از آن انجمنی راه افتاده بود برای ویراستاران با حضور کلیدی آقای بروجردی داماد آقای خمینی از آن سوی و تنی از ویراستاران معروف و نادولتی با این طرح که کار سانسور را بر عهده ناشران باید گذاشت و ویراستاران تایید شده. موجی از نگرانی پدید آمد. نظریات و تمهیدهای از این دست بود که شاملو را به واکنشی اضطراری برانگیخت. متنی کوتاه نوشت در حد نیمه ستون آدینه که با عنوان بخشی از یک مصاحبه در صفحه‌های خبر آدینه چاپ کردم. شاملو نوشت که آزادی امتیازی نیست که به گروهی خاص داده شود یا دولتمردانی آن را اعطا کنند. هشدار داد که از وابستگی پرهیز باید کرد و بر پایبندی کانون بر منشور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی حصر و استثنا تاکید کرد. پیش از آن نیز در مصاحبه دیگر که در آدینه چاپ شده بود، موج سوم را غرقاب و دام ارزیابی کرده بود. در همان شماره آدینه که نظر شاملو درباره کانون نویسندگان چاپ شد، من توضیح منظر خودمان را مقاله‌ای نوشتم در باب ضرورت استقلال کانون. شاملو بعدتر حرف خود روشن‌تر کرد و در مصاحبه‌ای در خارج از کشور از بوی گندی سخن گفت که در تاکتیک‌هایی نهفته است. معتقد بود که کانون باید که حق فعالیت علنی به دست آورد، اما با حضور دولتمردان اهل فرهنگ و سانسورچیان معتدل و با تقلیل منشور و اساسنامه کانون به قالب مورد قبول وزارت کشور برای ثبت رسمی کانون مخالف بود. شاملو به آن روزگار در پرتو خلاقیت هنری 5 دهه حضور خلاق و مؤثر و آن نه که به همه قدرت‌ها گفته بود، نماد روشنفکر مستقل ایرانی بود. اتوریته بود و محبوب همگان. فحاشی‌های کسانی چون آقای میرشکاک در کیهان که از او چون پیر سلطنت آباد نام برده بود، شاملو به زمان نگارش آن مقاله در خانه‌ای می‌نشست در خیابان سلطنت آباد سابق. ادامه متن. و آقایان سلیمی نمین و نصیری و شریعت مداری بر محبوبیت او می‌افزود. بازار فحاشان کیهان و رسالت و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و صبح داغ بود و هر روز تنی از ما آماج تهمت‌ها و دشنام‌هایی بودیم که با اطلاعات و ضد اطلاعات نادرست و پرداخت شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات دفتر رهبری تزیین می‌شد. سکه شایع پردازی و تخریب چهره‌های مشهور نیز پر رونق بود. جناحی از نظام تمامی روشنفکران مستقل را میزد و جناح دیگر که سنجیده‌تر راه میرفت گروهی از روشنفکران را که با نزدیکی به این جناح و آن جناح حکومت مخالف بود. به آن روزگار در میان کسانی که به نزدیکی به این و آن جناح معتدلتر حکومت میاندیشیدند دو منظر متفاوت میدیدیم. برخی به نزدیکی چون تاکتیکی برای بقا و تثبیت و ثبت کانون و پرهیز از چپروی و انقلابگری مینگریستند و چون سپر و برخی اهل معامله بودند و در صدد بهره‌گیری از امکانات نزدیکی به این و آن جناح برای شهرت و مقام و مال و منال. دکانداران دو نبش هم بودند. بحثا به مطبوعات کشیده شد. هوشنگ در مقاله‌ای در گردون برای سالمسازی روابط به ضرورت تعادل در مثلث دولت و مردم و نویسندگان اشاره کرد. برخی از جمله من در نوشته‌های خود حذف سانسور دولتی را گام اول سالمسازی رابطه می‌دانستیم و هوشنگ خود نیز در حذف کامل سانسور پیگیر بود. آدینه هر شماره یادداشتی از یک یا چند نویسنده در باب کانون چاپ می‌کرد. مجله تکاپو نیز میزگردهایی چاپ می‌کرد در همین باب. در یکی از همین میزگردها بود که محمد مختاری، براهنی، رضا براهنی و غفار حسینی گفتند که کانون نمی‌تواند خود را در محدودیت‌های قانونی بگنجاند که خلاقیت را به اما و اگرهای بسیار و بایدها و نبایدهای فراوان محدود و مشروط کند. تأکید کردند که استقلال کانون با حضور دولتمردان و مدافعان سانسور معتدل در کانون مغایر است. منظرهای گوناگون به سرانجام در بستر جمع مشورتی کانون نویسندگان و در جلسه‌های آن به بحث گذاشته شد. در بحث‌هایی که پیشو در زمان حیات جمع مشورتی در معدود نشریات مستقل ایران در می‌گرفت، نه فقط مسئله کانون نویسندگان ایران که بحث ضرورت آزادی بیان و اندیشه و تخیل، استقلال روشنفکر از قدرت و انتقاد از سانسور رسمی و خودسانسوری نیز مطرح می‌شد. این بحث‌ها در ارتقاء فکری جامعه در مبحث آزادی تأثیر بسیار داشت و از این رو با استقبال خوانندگان نیز روبرو می‌شد.
بحث درباره کانون نویسندگان بحث نهادهای مستقل مردمی و جامعه مدنی را مطرح می‌کرد و بحث درباره آزادی بیان و اندیشه به یکی از مبرم‌ترین خواست‌های جامعه و به یکی از ضروری‌ترین مبانی دموکراسی انگشت می‌نهاد. این بحث‌ها به ویژه در میان جوانان خوانندگان بسیار داشت و چند سالی بعد پرثمر به بار نشست. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. صنفی، فرهنگی، سیاسی. کانون نویسندگان به تعریف و به منشور و به ترکیب اعضای خود نهادی است صنفی فرهنگی. نهاد سیاسی نهادی است که بر مبنای برنامه سیاسی مشترک یا ایدئولوژی واحد و مشترک شکل می‌گیرد. اعضای کانون دارای گرایش‌های سیاسی و عقیدتی و نظری متفاوت هستند و تنها بر بستر منشور گرد می‌آیند که دفاع از آزادی بیان و اندیشه، بی حصر و استثناء، دفاع از منافع صنفی و تلاش برای ارتقای فرهنگی جامعه را اهداف کانون ذکر کرده است. در نهادهای سیاسی، اعضا بر مبنای اشتراکات خود در برنامه سیاسی یا در وحدت ایدئولوژیک رهبران خود برمی‌گزینند. در کانون هیئت دبیران را تنها در چارچوب منشور انتخاب می‌کنند. دست هیئت دبیران کانون نویسندگان در موضع‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک بسته است و آنان جز در چارچوب منشور نماینده اعضا نیستند. پس آنجا که هیئت دبیران از این یا آن گروه بندی در اپوزیسیون یا از این یا آن جناح در حکومت دفاع می‌کند، کاری که هیئت دبیران سالهای انقلاب در حمایت از اپوزیسیون کرد یا هیئت دبیران دوره اخیر کرد در حمایت از رفرمیست‌های مذهبی و وزیر ارشاد آقای عطاالله مهاجرانی. آنجا که به بیانیه‌های کانون لحن سیاسی و ایدئولوژیک می‌دهند، کاری که هیئت دبیران دوره انقلاب کرد با بکارگیری گفتمان اپوزیسیون یا هیئت دبیران دوره اخیر کرد با نقش زدن جمله‌ای که حکایت از خداباوری دارد بر پیشانی بیانیه‌های رسمی کانون. آنجا که در مواردی که در منشور قید نشده است دخالت می‌کند، کاری که هیئت دبیران دوره انقلاب کرد با حمایت از نامزدهای گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در انتخابات یا هیئت دبیران دوره اخیر کرد با ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و مواردی از این دست. هیئت دبیران از چارچوب وظایف و اختیارات خود و از منشور کانون فراتر یا فروتر رفته و کانون را به پراگماتیسم معطوف به کسب قدرت تقلیل داده و به اعتماد اعضا پشت کرده است. من به مثل اگر بخواهم با سنگسار مبارزه کنم که به گمان من مبارزه با آن وظیفه هر انسانی است، اگر بخواهم از این یا آن نهاد و گرایش سیاسی و فکری دفاع کنم و مواردی از این دست که در منشور کانون قید نشده است، علاوه بر اقدامات فردی می توانم با نهادهای مدافع حقوق بشر و یا نهادهای سیاسی که وظایفی از این دست را در منشور خود دارند همکاری کنم. کار کانون همان دفاع از منافع صنفی و مبارزه با همه اشکال سانسور و خودسانسوری و مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه بی حصر و استثناء است و این البته کم نیست. دفاع از آزادی بیان به معنای دفاع از حق نشر آزاد همه آثاری است که حاصل اندیشه و تخیل آدمی است، به معنای دفاع از حق نشر آزاد کتاب‌های مقدس همه ادیان هم هست. هدف سازمان سیاسی کسب قدرت و یا سهیم شدن در آن است برای اجرای برنامه‌های خود. از همین منظر است که تاکتیک‌های گوناگونی چون ائتلاف با قدرت حاکم یا براندازی آن برمی‌گزینند. اما کانون را سودای کسب قدرت در سر نیست و برنامه‌ای برای مدیریت جامعه ندارد. کانونیان، اعضای کانون، به تن و قلم و امضا و گام خود می‌توانند عضو این یا آن گروه سیاسی باشند و به این یا آن برنامه یا ایدئولوژی پایبند، در این یا آن حرکت سیاسی و اجتماعی شرکت کنند یا با این و آن حرکت و گرایش و گروه مبارزه. اما بستر مشترک در کانون همان منشور است و بس. آنگاه که این مرزها مخدوش می شود، کانون از آن چه هست و از منشور و از وفاق بین اعضای خود می گذرد. آزادی بیان و اندیشه به عنوان خواست همگانی و مشترک نویسندگان، کانون را
به مدافعان حقوق بشر و به نهادهای سیاسی که به دلایل گوناگون از آزادی بیان و اندیشه سخن میگویند نزدیک میکند. همراهی کانون با این گونه نهادها اما چنان باید باشد که استقلال و تمایز کانون حفظ شود. سیاسی شدن کانون به استقلال آن و به اعتماد اعضا ضربه میزند، وفاق آن میشکند. اپوزیسیون ایرانی به کردار هنوز دموکراسی را حمایت از حق حضور و فعالیت و مشارکت اقلیت معنا نمی‌کند. این برداشت که حق اقلیت را برای منافع و مصلحت‌های روز نادیده می‌گیرد با آن قید بی‌حصر و استثناء و یکسان برای همه در منشور کانون در تعارض است که از منظر منشور کانون نویسندگان حتی اگر آزادی بیان یک تن سرکوب شود، حتی اگر یک کتاب سانسور شود، کار کانون دفاع از آزادی بیان و اندیشه آن یک تن و تلاش برای چاپ بدون سانسور آن یک کتاب است. سیاست به ویژه در ایران با نوعی پراگماتیسم معطوف به قدرت همراه است. به ندرت رخ داده است که تشکیلات سیاسی حکومتی یا اپوزیسیون به آنچه اعلام می‌کنند پایبند بمانند و اعتقادات بیان شده خود در پای مصلحت‌های روز قربانی نکنند. در سیاست ایران از تاکتیک اغلب بند و بست می‌فهمند و نزدیکی به جناح در قدرت. دیده این سیاست‌بازانی از این دست را که آنگاه که به کانون راه یافته‌اند در گرهگاه‌های گاه کارساز به دستاویزهای متفاوت از تضعیف نکردن مبارزه ضد امپریالیستی بنیادگرایان مستبد مذهبی گرفته تا حمایت از اصلاح طلبان اسلامی، دفاع از آزادی بیان اندیشه بی‌حصر و استثناء و به یکسان برای همه را در پای پراگماتیسم معطوف به قدرت و بند و بست‌های آشکار و پنهان سر بریدند. آن یکی به نفع اپوزیسیون اعلامیه داده است و دیگری به سود وزیری که وزارتخانه‌اش مسئول سانسور رسمی است. آن یکی از گفتمان گروه‌های برانداز چپ بهره گرفته است و این یکی از گفتمان خداباوران. سیاست جانبدار است. نهادهای سیاسی دارای برنامه‌ای که اعضا در آن وفاق و همفکری دارند. سیاسی شدن کانون جهتگیری‌های فراتر از منشور از تنوع و تکثر و چند صدایی بودن کانون می‌کاهد. اعضای کانون آراء متفاوت دارند و آنگاه که کانون برون از منشور جهتدار می‌شود به ناگزیر ناهمجهتان از خود دفع کرده و کانون را به تکسیدایی شدن سوق می‌دهد. کسانی که کانون را بستری می‌دانند برای مبارزه با همه ابعاد استبداد، وظایف جبهه و بلوک، حزب سیاسی را بر دوش کانون می‌نهد. این همان بینش مطلق‌گرا و توتالیتری است که از هر نهادی تمامیت می‌خواهد و از نویسنده می‌خواهد که هم اثرش را بنویسد و هم تمامی وظایف فعالان سیاسی را انجام دهد و هم رفتار و کردارش با معیارهای اخلاقی و سیاسی و ایدئولوژیک این یا آن گرایش خانایی داشته باشد. از وجوه مشترک بنیادگرایان مستبد مذهبی و برخی از مخالفانشان یکی هم این که به جای داوری بر مبنای آثار، فعالیت‌های اجتماعی و نقش و کارکرد نویسندگان و روزنامه نویسان و هنرمندان بر فرهنگ و جامعه تنها بر اساس خصوصیات شخصی، شایعه‌ها و حد سازگاری آنان با اخلاقیات و هنجارهای مسلط درباره آنان داوری می‌کنند. در این داوری‌ها نیز با همان معیارها به نویسنده و هنرمند می‌نگرند که به قدیسان، رهبران سیاسی، واعظان و امامان جماعت مسجد. چنین بود که کیهان هوایی و جمهوری اسلامی و رسالت و چه مدام درباره رفتارهای فردی و زندگی خصوصی ما راست و دروغ می‌بافتند و در محفل‌های ایرانیان به ویژه در خارج از کشور بدگویی و پچ و جایه سازی درباره زندگی خصوصی این یا آن نویسنده و هنرمند تفریح بی‌ضرر و نقل بی‌خطر است. شایعه‌های مخرب علیه چهره‌های فعال گاه فراورده متخصصان جنگ روانی وزارت اطلاعات است و گاه محصول حسادت‌ها و رقابت‌های تنگ نظرانه و روانشناسی انسان استبداد زده. وزارت اطلاعات در تولید ضد اطلاعات دستی قوی دارد و به ویژه در میان ایرانیان خارج از کشور نفوذ بسیار. در انتشار شایعه‌های پلیس پرداخته تنها راویان دست اول همکاران پنهان و آشکار اشقیا هستند. روانشناسی انسان استبداد زده و کوتوله پسند که تمایلی شدید به تخریب دارد، در نقل و گسترش این گونه شایعه‌ها ناخواسته اشقیا را یاری می‌دهد. داوری‌های از این دست گاه در مطلق گرایی کمال طلبی ایرانی نیز ریشه دارد. نمی‌بینند به مثل که نویسنده و هنرمند نه قدیس است و رسول خدا و امام جماعت که به اقتضای ادعا و حرفه به تقوای مذهبی آراسته باید باشد و ملتزم به احکام و نه رهبر سیاسی که به اقتضای ادعا و نیاز عرف و هنجارهای مسلط جامعه رأی دهنده را باید رعایت کند.
یکی از ما در پاسخ آقای میرشکاک دشنامگو گفته بود که فلانی با دهن به شراب آلوده، آن هم از نوع خانگی ترس محتسب خورده، البته که نماز باطل است، با کله گرم از ودکای دستساز نمیتوان تصمیم‌های مهم سیاسی گرفت. اما کی گفته که با دهان شراب آلوده و دل عاشق نمیتوان شعر گفت؟ کی گفته است که سر از باده ناب گرم و دل زیبا پسند عاشقان را حق آزادی بیان نیست؟ واکنش‌هایی به برخوردهایی از این دست بود که متن 134 با این جمله آغاز می شود که ما نویسنده ایم و حاصل اندیشه و تخیل خود می نویسیم. با ما بر مبنای نوشته های ما برخورد کنید. در ایران 20 سالی حکومتیان تا توانستند درباره زندگی خصوصی و امور شخصیه روشنفکران معترض راست و دروغ بافتند و در رسانه‌هایشان جار زدند، شایعه‌های مخرب پرداختند و بر زبان‌های خودی و بیگانه انداختند. در حذف و تخریب فعالان عرصه فرهنگ و سیاست و اجتماع نیز با واسطه شایعه پردازی و داستانسازی درباره امور شخصی چنان افراد کردند که جامعه اشباع شد و مردم تا حد بالایی از این شیوه ها بیزار شدند. بیزاری مردم سبب شد که بسیاری به دیده نقد در فضای شایعه باور بنگرند و اشباع به کسانی که آماج این سلاح روانی بودند تا حدی یاری داد تا در برابر این آفت مصون شوند. در برخی محافل ایرانیان خارج از کشور اما هنوز این سنت به قوت باقی است. تجربه 20 ساله ما ندارند. عوارض تبعید هم هست. دشمن اصلی حکومت دور از دسترسشان است، پس نزدیکانشان را تخریب می‌کنند. با سیاسی شدن کانون بیم آن هم هست که شیوه‌هایی از این دست که در سیاست رواج بیشتری دارد به کانون نیز راه یابد و کار به همان جا بکشد که کار بیشتر سازمان‌های سیاسی کشید. سیاسی شدن کانون نه به سود کانون است و نه به سود گروه‌های سیاسی. جهتگیری سیاسی کانون از تنوع و رنگارنگی آرا و منظرها می‌کاهد و آن را به نهادی تک‌صدایی تقلیل می‌دهد. avogaboo.com ثبت رسمی. کانون و قانون. کانون ثبت نشده بود. ما بودیم و بودن به ثبت در دفتر نبود. به حضور ما بود که مؤثر بود و انکار ناشدنی. در آغاز کسانی از مؤثران کانون چون هوشنگ به این امید دل بسته بودند که اگر دولتیان معتدل و اهل فرهنگ به کانون راه یابند، با کمک کسی از نویسندگان جوان که میپنداشتند با آن راه دارد، شاید که امکان ثبت رسمی کانون فراهم شود. پیشنهادهایی که در زمان بازنویسی منشور میدادند از این بستر نیز آب میخورد و هم از این منظر که تا میتوانند منشور را آنچه مخالف صریح قوانین جاری است و مانعی در راه ثبت رسمی و قانونی دور کنند. پرهیز از تکرار تجربه نزدیکی کانون به اپوزیسیون سیاسی در سالهای انقلاب و عوارض آن نیز در برداشت‌هایشان مؤثر بود. پیشنهاد تلاش برای ثبت رسمی و قانونی معمولاً با پیشنهادهایی چون حذف واژه اندیشه و حذف قید بی‌حصر و استثناء از عبارت آزادی اندیشه و بیان، بی‌حصر و استثناء و اصرار بر قید موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور همراه بود. گرایش دیگر که از جمله شاملو و براهنی و مختاری و کوشان و غفار حسینی و پوینده و من و را در بر می گرفت، با حذف واژه اندیشه و حذف قید بی‌حصر و استثناء که آن را کاهش منشور برای ثبت قانونی و رسمی می دانستیم، با اشاره به موادی از قانون اساسی یا هر قانون دیگر در مقدمه منشور، مخالف و خواستار حق حضور و فعالیت علنی کانون بود. در جریان بحث‌ها طرفداران ثبت کانون به تدریج از رأی خود برگشتند یا تحقق آن ناممکن دیدند. ثبت کانون نویسندگان ناممکن بود. کانون نویسندگان اگر نهادی کارگری یا کارمندی تلقی می‌شد، برای ثبت باید به وزارت کار رجوع می‌کرد. ما کارگر و کارمند نبودیم. وزارت کار نیز در آن زمان تنها انجمن‌های اسلامی کار را ثبت می‌کرد و در قانون کار ایران جایی برای اتحادیه نبود. به همین بهانه بود که از ثبت سندیکای نویسندگان مطبوعات خودداری می‌کردند. امکان دیگری برای ثبت کانون وزارت ارشاد اسلامی بود. در آیین‌نامه‌های وزارت ارشاد، انجمن‌های اسلامی، هنرمندان و نویسندگان پیش‌بینی شده بود.
شرایطی هم داشت از جمله حضور نماینده‌هایی از ارشاد در مدیریت انجمن‌ها و اعلام رسمی پیوستگی به وزارتخانه‌هایی که مسئولیت سانسور رسمی بر عهده یکی از دوایر آن بود. گام نهادن در این راه قتل کانون بود. میماند وزارت کشور و ثبت کانون بر مبنای قانون احزاب و اجتماعات این وزارتخانه. شرط اول در این قانون آن بود که مؤسسین نهادها باید که التزام نظری و عینی خود به ولایت فقیه و قانون اساسی به اثبات رسانند. از هیچ کدام ما این بر نمی آمد. چنین شد که اصحاب نظریه ثبت رسمی کانون تحقق رأی خود ناممکن دیدند و همه ما به سرانجام خواستار حق فعالیت علنی کانون شدیم. قانون اساسی، قانون مطبوعات. در منشور ما آمده است که کانون خواهان آزادی بیان و اندیشه بی حصر و استثناء به یکسان برای همه است. قانون اساسی اسلامی چون قانون اساسی مشروطه آزادی بیان را به قید مخل به مبانی اسلام و امنیت کشور محدود کرده و گفته است که تفصیل آن موارد را قانون مشخص می کند. و قانون مطبوعات تفصیل را چنان کلی و کشدار معین کرده است که نه فقط آزادی بیانی در کار نمی ماند که وظایفی را نیز بر دوش نویسندگان می گذارد که باید این و آن بنویسند. در قانون مطبوعات ایران نه تنها گفتند که چه ها نباید نوشت که گفتند متن باید چه مطالبی را در بر داشته باشد. این البته از نوآوری‌های حکومت اسلامی نبود که در اتحاد شوروی و چین و آلمان نازی و همه دولت‌هایی که بر مبنای ایدئولوژی واحد حکم می‌رانند این روال جاری بود. وادار کردن نویسنده و هنرمند به تبلیغ این و آن منظر از نتایج باور به هنر متحد به مارکسیسم، اسلام، مردم، طبقه کارگر، عدالت و است. و از منظری آب می‌خورد که نویسنده و هنرمند و ادبیات و هنر را در خدمت این و آن هدف می‌داند. قانون مطبوعات اسلامی نویسنده را از نوشتن منکرات منع و به نوشتن معروف امر می‌کند. چند جلسه جمع مشورتی به بررسی این قانون گذشت و در همین بررسی‌ها بر کسانی که به قید موادی از قانون اساسی در منشور اصرار داشتند نیز روشن شد که میان قانون مطبوعات که محدوده‌های آزادی بیان را به صفر می‌رساند و منشور ما شکافی پرناشدنی است. در همه منشورهای گذشته کانون به موادی از قانون اساسی مشروطه یا اسلامی اشاره رفته بود. اول بار براهنی بود که در همان جلسه اول نشست جمع مشورتی در خانه جواد مجابی با استدلال آزادی خلاقیت با التزام منشور به هر قانونی مخالفت کرد که خواهم گفت. کسانی هم بودند که می گفتند قید موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور تاکتیکی است مناسب و سپری است در برابر هجوم‌ها و راهی برای ثبت شدن. تجربه‌های احزاب و سازمان‌هایی که تا حد همکاری با استبداد حکومتی پیشرفته بودند و قانون اساسی را تایید کرده بودند، حزب توده، اکثریت، نهضت آزادی و نشان می‌داد که این گونه تاکتیک‌ها راه به جایی نمیبرد جز همان نردبان شدن که مهندس مهدی بازرگان از آن در انقلاب در دو حرکت خود به تلخی یاد کرده است. به علاوه ما حزب سیاسی نبودیم تا این گونه تاکتیک‌ها را دنبال کنیم. جناح‌های حکومتی و ناوابستگی کانون. کسانی که با حکومتیان و افرادی از کارگزاران و میانه‌روهای دولتی تماس‌هایی داشتند تا قبل از انتشار متن 134 که هنوز امیدشان ناکام نشده بود، پیغام‌ها و پسغام‌هایی برای مؤثران جمع مشورتی می‌آوردند. اینور آنور هم می‌نوشتند که تفاوت‌ها را در دولتیان باید دید و از همکاری فرهنگ پروران و معتدل‌ترهای آنان بهره باید جست. در نظام اسلامی همواره جناح‌ها و گرایش‌های گوناگون با هم در تضاد بودند. سازگار کردن اسلام با نیازهای جامعه و فضای اواخر قرن 20 و قرن 21 با استلزامات حکومت بر جامعه‌ای در حال گذار به مدرنیته، با فرایند جهانی شدن، با انقلاب اطلاعات و رسانه‌های فراگیر، با نیازهای داخلی و بین‌المللی و با زمان و زمانه کاری خرد نبود. حاکمان نورسیده دیگر مسلمانان معمم و مکلای در اپوزیسیون دیروزی نبودند که اکنون مدیریت کشوری بزرگ و پرجمعیت در منطقه‌ای حساس از جهان بر عهده داشتند و خود نیز در فرایند تحول ساختاری بودند.
قدرت و تجربهشان فزونی می‌گرفت و کیسه‌هایشان پرتر می‌شد. با امکانات و موقعیت جهان آشناتر می‌شدند. همه چیز از اندیشه‌ها و آرایشان تا تفریحات و گذران اوقات فراغتشان با ضرباهنگی پرشتاب در تغییر بود. پرسش‌های بزرگ پاسخ‌های متنوع می‌آفرینند و تحولات اساسی به تعارضات بنیادی دامن می‌زنند. تضاد منافع همکار خود می‌کند. پس جنگ اندیشه و قدرت و ثروت در میانشان افتاده بود و کشمکش‌هایشان هر روز رنگی تازه به خود می‌گرفت. در آغاز بین آرمانگرایان چپ پوپولیست که از اقتصاد دولتی، مبارزه با آمریکا و اسرائیل، صدور انقلاب اسلام ناب محمدی و اجتهاد امام دفاع می‌کردند و جناح راست محافظه‌کار که مدافع بازار آزاد و فقه سنتی بود شکاف افتاد. خط امام با انجمن حجتیه و هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و فدائیان اسلام درگیر شد. بعدتر به هنگامی که بیماری سرطان آقای خمینی جدی شد، آقای هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و حاج احمد آقا ری شهری و نیز بزرگان جناح راست برکناری آقای منتظری و کشتار زندانیان را در سال 67 تدارک دیدند. به هنگام آن کشتار بزرگان جناح چپ چون آقایان موسوی اردبیلی و موسوی خوئینی‌ها و عباس عبدی و سعید آرحجاریان در دستگاه‌های قضایی و امنیتی سمت‌های مهم داشتند و آقایان بهزاد نبوی و محمد خاتمی کبادی وزارت بر دوش می‌کشیدند. دست به خون آلوده‌اند یا سکوت کردند. تنها آقای منتظری بود که آشکارا و بی‌پرده به انتقاد از کشتار زندانیان برخاست و مقام خود در راه عقاید خود فدا کرد. در کشتار زندانیان در سال 67 نه فقط جناح‌های حکومتی که حتی بیشترین روشنفکران و نشریات مستقل از جمله آدینه نیز سکوت کردند. جناح‌های حکومتی راست و چپ و بنیادگرا و اصلاح طلب به منافع خود می‌اندیشیدند و به پاک کردن زمین خدا از منافقین و کفار نگران آن بودند که پس از مرگ آقای خمینی با رهبری آقای منتظری امکان آزادی زندانیان سیاسی فراهم شود. همراهی یا سکوتشان را حفظ نظام و مقام و قدرت توجیه می‌کرد. اما بر ما روشنفکران مستقل چه رفته بود؟ بیخبری بود یا ناباوری؟ ترس بود و بزدلی یا مصلحت اندیشی و ناتوانی؟ کوری بود یا چشم بستن؟ به روزی باید بنشینیم و به سکوت خود در برابر کشتاری که در تاریخ ما و جهان نمونه‌ای است کمیاب از خشونت لجام‌گسیخته بیاندیشیم. با حذف آقای منتظری و مرگ آقای خمینی راه بر جناح راست بازتر شد. بعدتر با سازش آقای رفسنجانی با جناح راست و قدرتگیری ثروتمندان نوکیسه و مدرن، روحانیون مبارز جناح چپ و هواخواهان مکلایشان به خط امامی‌ها از حکومت حذف شدند تا به زمان دوری از قدرت گروهی از آنان با اندیشه‌های آقای دکتر عبدالکریم سروش دمخور شوند که از نسبیت‌گرایی پوپر به صراط‌های مستقیم رسیده بود و از مدارا و تسامح و تحمل دیگران می‌گفت. موج جدید رفرمیست‌های اسلامی در میان این گروه بود که جوانه زد. به دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، مدیران، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های اسلامی به تدریج به عنوان کارگزاران سازندگی بال دیگر رفرم را شکل دادند. اینان هواخواه آزادی‌های اجتماعی کنترل شده، استبداد معقول سیاسی و خصوصی سازی بودند. رفرمیست‌های اسلامی در حلقه کیان و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مسائل فکری و نظری بسیار درگیر بودند. اینان در حاشیه قدرت به تدریج از توتالیتاریسم، پوپولیسم، مبارزه با آمریکا، دفاع از مستضعفین، حکومت جهانی اسلام و اسلام ناب محمدی دور می‌شدند تا بعدتر به رفرم‌های سیاسی محدود در چارچوب قانون اساسی، قانونگرایی، تشنج زدایی، اقتصاد باز و گفتگوی تمدن‌های دینی برسند و در زمینه برنامه‌های اقتصادی با کارگزاران سازندگی همراه شوند. اما به زمانی که جمع مشورتی کار خود آغاز کرد، حتی تندروترین رفرمیست‌های اسلامی و حتی نهضت آزادی نیز آزادی بیان بی حصر و استثنا را از نشانه‌های غرب زدگی می‌دانستند و خروج انسان از تابعیت الله. بیشترین کمونیست‌های ایرانی از مشروطه تا کنون دست کم تا این اواخر آزادی بیان و اندیشه را امری فرعی و لوکس تلقی کردند که میتوان آن را در پای مصلحت‌های روز قربانی کرد. مذهبی‌ها نیز از هر گروه مجاهدین و بنیادگرایان و رفرمیست‌ها و کارگزاران آزادی را تنها در چارچوب‌های اسلامی البته با برداشت‌های گوناگون روا داشته و با آزادی بیان به یکسان برای همه برخوردی همسان کمونیست‌ها داشتند. جنگ جناح‌ها در حکومت اسلامی بالا می‌گرفت و کارگزاران سازندگی که سیاست نهادهای موازی را درباره کانون دنبال می‌کردند، به نفوذ در کانون و در دست گرفتن کنترل آن می‌اندیشیدند تا از آن علیه جناح مقابل خود بهره گیرند.
تفاوت این جناح و بعدتر رفرمیست‌ها با جناح راست محافظه‌کار بنیادگرا بر همگان روشن بود و ما اشارات مستقیم و نامستقیم آنها در می‌یافتیم. کسی منکر تفاوت‌ها نبود و آدم عاقل در موقعیت ناگزیر میانه‌روها و معتدل‌ترها را به سختگیرترها ترجیح می‌دهد. اما کانون به اعتبار استقلال خود بود که کانون بود و اعتبار خود از ناوابستگی خود می‌گرفت. وزارت اطلاعات نیز در کار چهره‌سازی فعال کردن نهادهای موازی، تخریب چهره‌های مستقل و پلیسی کردن فرهنگ بود. بر ما بود که به دور از تمهیدها که در کار می‌کردند استقلال کانون پاس داریم و آن را گام به گام فعال کنیم. نوشتن، روزنامه نویسی، خلق فرهنگی و کار کانون در نظام استبدادی به راه رفتن بر لبه تیز و برنده تیغی برهنه میمانست که خود میگزید و میدرید و در دو سوی سقوط از آن حاوی وابستگی بود و بازی خوردن از سوی و زندان و شکنجه و حذف شدن از دیگر سو. با شاخ حکومتی جبار در افتادن از سوی و تهمت‌ها از دوستان نادان خوردن از دیگر سو. کار خود باید می‌کردیم که هر کسی را کاری است و دوری در این جهان که ما دمی در آن میهمانیم. پای استقلال و ناوابستگی کانون در میان بود و بایسته نبود که اعتبار کانون در پای جناح‌های حکومتی قربانی کنند. جنگ جناح‌ها جنگ ما نبود، میدان سیاست نیز میدان ما نبود. بحث درباره ثبت رسمی کانون یا فعالیت علنی و آزاد آن، قید موادی از قانون اساسی، حذف واژه اندیشه و قید بی حصر و استثناء از منشور و حفظ استقلال کانون از بحث‌های اصلی جمع مشورتی بود که منشور جدید کانون می‌نوشت. حکایت شکل‌گیری آن نیز روایتی دیگر است. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. اولین نشست جمع مشورتی تا بعد. غروبی بود که رفته بودم به دیدن هوشنگ. یادی کردیم از گفتگویی که سالها پیش در مجله ایران چاپ کرده بودیم. در آن گفتگو از استقلال نویسنده و نهادهای مستقل از دولت و اپوزیسیون هم سخن رفته بود. وقت دست داد. 3 ساعتی انگار نشستیم و گپ زدیم. گاهی هم قدم زدیم. در همان محوطه اکباتان 10-12 سالی فاصله بین دو بحث بر ما قرنی رفته بود. طوفان‌ها از سر گذرانده بودیم. معلوممان بود به یقین تجربه که برای بسیاری از ما دوران کشش‌های آشکار و پنهان به دگرگونی یکباره و کلی و کل جامعه به سر آمده است و نیز دوران خشونت در هر مفهومی و کاربردی. دانسته بودیم که کار ما کار فرهنگی است و خلق و کشف ابعاد متنوع حقیقتی که ابعاد آن بی‌نهایت است و با هر نگاه و به هر فرد و به هر دوری از نو خلق می شود. و همواره جزئی و نسبی است. به بهای بسیار دانسته بودیم که آرمان‌های کلی راه به ناکجا آباد قربانی کردن فردیت آدمی میبرند به پای مطلق‌های ناانسانی. دانسته بودیم که دموکراسی با نهادینه شدن نهادهای مستقل و درونزای مردمی است که نهادینه می شود. پس اگر ما که باخته بودیم همیشه بتوانیم همین گوشه ای را که در آن ایستاده ایم کمی بسازیم یا همین سقف سانسور را کمی عقب بزنیم برده ایم. در محافل دیگر روشنفکری نیز کم و بیش بحث فعال کردن کانون و مبارزه با سانسور بود. در آن روزگار در یکی از محافل روشنفکران سیاسی که من و هوشنگ نیز به آن رفت آمد داشتیم بحث حاکمیت اسبائین هم مطرح شده بود و ضرورت خلق و پشتیبانی از نهادهای مستقل مردمی. NGOها و دموکراسی نه فقط به مفهوم احترام به فردیت و حمایت از حق حضور و فعالیت اقلیت که به مفهوم حق مشارکت آن نیست. در همین گفتگو بود که گفتیم برای تحقق فکری که همیشه در جمع نویسندگان حساس به سرنوشت جمعی من مطرح بود باز فعال کردن کانون گام‌های عملی برداریم. گفتیم اول می رویم خانه شاملو. پیش از آن با شاملو درباره باز فعال کردن کانون بحثا کرده بودم و نظر او می دانستم که به برخی از نمودها مشکوک بود. زمینه دیدار مهیا کردم.
1-2 روز بعد غروبی بود که با هم رفتیم دهکده خانه شاملو. از بازفعال کردن جدی کانون گفتیم. شاملو بر هویت و استقلال نویسنده و کانون از این و آن جناح و گروه و دسته و ایدئولوژی و خط و ربط حکومتی و غیر حکومتی تأکید کرد و به ویژه بر پرهیز از دام نهادهای مشابه و موازی که در آن روزگار از تمهیدهای رایج اشقیا بود برای مخدوش کردن چهره‌ها و به کار گرفتن اعتبارها. در دیگر محافل روشنفکری نیز کم و بیش بحث بازفعال کردن کانون بود. فعال کردن کانون نیاز ما بود و نیاز جامعه ما. کانون نویسندگان ایران از کارسازترین و مؤثرترین نهادهای مستقل ایران بود و پیگیر آزادی بیان. آزادی بیان از کاراترین مسیرهای دموکراسی با کمترین اشاره به ضرورت فعالیت کانون و گاه حتی با اشاره به نام آن تیغ‌های برافروخته تهدید و احضار و پرونده‌سازی فرود می آمد. در میان تیغ‌های برافراخته موجودیتمان و با تمهیدهای نهادهای موازی استقلالمان در خطر بود. راهی باید می‌جستیم. تیغ‌ها را میشد به جان خرید، تمهیدها را اما هوشیاری ما چاره‌ساز بود. هفته‌ای بعد سیمین بهبهانی 7-8 نفری از ما را به انتخاب خود به خانه شاملو خواند تا درباره واکنش جمعی به پرسشنامه‌ای رسمی تصمیم بگیریم که برای ترسیم جغرافیای فرهنگی ایران از ما پرسیده بودند. کدام مسائل فرهنگی مهمتر است؟ فرهنگ را از جامعه تبعید کرده بودند و مرکز تحقیقات و پژوهش‌های استراتژیک وابسته به دفتر رئیس جمهور می‌خواست جغرافیای مسائل فرهنگی ایران را با پرسش از روشنفکرانی بنویسد که ابر احضارهای مداوم و سانسور بر سرشان بود و در مطبوعات انحصار طلب چوب حراج بر امنیت و آبرویشان می‌زدند. پست‌های کلیدی مرکز در دست کسانی بود که پیش از آن مدیران امنیتی و اطلاعاتی و قضایی حکومت بودند. ریاست مرکز با آقای موسوی خوئینی‌ها بود و آقای سعید حجاریان از گردانندگان آن. پژوهشگران مرکز بیشتر استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق جامعة الصادق بودند که به مدیریت آقای مهدوی کنی بخشی از کار آموزش کادرهای وزارت اطلاعات و وزارت خارجه بر عهده داشت. پرسشنامه را برای من به آدینه پست کرده بودند و برای دیگران به آدرس خانه‌ها یا محل کار. در نامه وعده هم داده بودند که اگر جوابها مفید باشد در مرحله بعدی تحقق مزایای مالی هم در کار است. قصد جواب دادن نداشتم، اما دعوت سیمین پذیرفتم. هوشنگ و سپان و من با هم رفتیم. تا دهکده نیم ساعتی راه بود. در راه قرار گذاشتیم. پس از بحث نامه که هیچ کدام قصد پاسخ دادن نداشتیم، مسئله بازفعال کردن کانون مطرح کنیم. فرصت خوبی بود. اول بحث نامه شد. شاملو جواب تندی نوشته بود که خواند. سیمین هم. قرار شد هر کس به تشخیص خود عمل کند. بعد بحث کانون شروع کردیم. هوشنگ با اشاره به دیدار قبلی ما با شاملو گفت که اکنون زمان مناسبی است برای بازفعال کردن کانون و برگزاری جلسه‌ای برای رایزنی راه و کارها. براهنی خطاب به شاملو بر ضرورت برپایی این جلسه استدلال کرد. جواد مجابی و سیمین بهبهانی و من هم پی گرفتیم. شاملو با تأکید بر ناوابستگی و استقلال کانون از جناح‌های قدرت و تأکید بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی حصر و استثناء همراهی خود بیان کرد. قرار شد جلسه‌ای در خانه جواد مجابی برپا شود و او کسانی را دست کم 20 نفر به این جلسه فراخواند. جلسه اول در خانه جواد برپا شد. جواد به تشخیص خود از گرایش‌ها و محفل‌های مختلف و حتی از کسانی که از کانون انشعاب کرده و به شورای نویسندگان حزب توده پیوسته بودند دعوت کرد. شاملو هم آمد. در آغاز بنا شد که همه حاضران یک بار و به نوبت نظر خود درباره فعال کردن کانون بیان کنند. سالها بود که با هم ننشسته بودیم. رأی‌ها گرچه درباره ضرورت فعال کردن کانون یکی بود، اما منظرها متنوع بود و متفاوت. کسی بیتاب پیشنهاد انتخاب هیئت دبیران در جلسه بعدی داد. گمان می‌کرد که کانون را می‌توان همان روز یا در جلسه بعدی راه انداخت. یا کار را ساده گرفته بود و یا پشت ذهن به حمایت‌هایی امید داشت. برخی از ما با توجه به ترفند جناح رئیس جمهور کارگزاران سازندگی در راه اندازی شتابزده نهادهای کنترل شده برای بسیج
نیروهای مستقل علیه جناح رقیب از پیش نگران پیشنهادهایی از این دست بودیم که میتوانست به شتاب هیئت دبیرانی تلفیقی و قانونی نیمبند سرهمبندی کند. منظر مکتوب دیگری هم بود که هوشنگ ارائه داد. همان انتخاب هیئت دبیران، البته نه با شتاب پیشنهاد خام اول که با مقدماتی و اینکه منشور سابق و بیانیه جمع زلزله میتواند مبنای اشتراک ما باشد. محمد مختاری در مخالفت با این پیشنهادها استدلال کرد که سالهاست نتوانستیم با هم بنشینیم. بر هر یک از ما ماجراها رفته است و چه بسا که آرا و دیدگاه‌هایمان دگرگون شده است. تا هم را بشناسیم و درک روشنی از تحولات هم داشته باشیم و بدانیم که تا کجا و در چه زمینه‌هایی می‌توانیم همکاری کنیم، زمان لازم است. پرسید که ما بر کدام اقتضا جمع می‌شویم. اقتضای برونی مرادش تمهیدهای جناحی از حکومتیان بود یا اقتضای درونی. گفت که او را با اقتضای دیگران کاری نیست که اکنون از بستر نیازهای قانونیان باید که باز فعال شود، نه از اقتضاهای سیاستهای دیگران. اکثریت جمع با این دیدگاه هم رأی بود و همراه. دوستی دیگر هم گفت که تنها مجمع عمومی کانون میتواند هیئت دبیران انتخاب کند. در همان جلسه بود که براهنی تأکید کرد که خلاقیت هنری و ادبی فراتر از قیدهای قانونی است که آزادی اندیشه و تخیل را همواره به اما و اگرها محدود می‌کنند. این منظر بعدتر در نشست‌های جمع مشورتی و در رایزنی‌ها و بحث‌ها بسط یافت و به تحولی مهم در منشور کانون منجر شد. سنت شکنی در منشور. تا پیش از آن روز در مقدمه تمامی منشورهای کانون در دوره‌های مختلف به چند بند از قانون اساسی، مشروطه یا اسلامی اشاره و استناد می‌شد و به موادی از اعلامیه حقوق بشر. سنت بود یا سپر، واقع بینی بود یا سازش، نمی‌دانم. براهنی اول بار و به تدریج دیگران از جمله شاملو و محمد مختاری و غفار حسینی و منصور کوشان و محمد علی و محمد جعفر پوینده و من و به نقد این سنت نشستیم که خلاقیت آزاد فراتر از مرزها و محدوده‌های قوانینی است که فرض تغییر آنها نیز دور از ذهن نیست، که قوانین حدها را تعیین می‌کنند و بیان و اندیشه و تخیل آنگاه آزاد است که محدوده‌ها می‌شکند. این بحث به یکی از بحث‌های اصلی جمع مشورتی بدل شد و به سرانجام در متن 134 و در مقدمه منشور جدید کانون که جمع مشورتی نوشت به هیچ قانونی اشاره نشد. جمعی که در خانه جواد گرد آمده بود تصمیم گرفت با دعوت از دیگران هر 15 روز یا یک ماه یک بار در خانه یکی از اعضا به نوبت جلسه‌هایی برگزار کند. قرارمان بازخوانی و بازنویسی منشور شد. جمع را جمع مشورتی کانون خواندیم. حضور افراد جدید منوط به آن شد که کسی پیشنهاد کند و جمع با پیشنهاد موافقت کند. بر اساسنامه کانون کسانی که در سانسور نقش داشتند نمی‌توانستند به جمع بپیوندند. مهمتر از همه قراری بود که در جلسه دوم یا سوم گذاشتیم و تجربه‌ای بارآور بود. قرار شد که بحث‌ها اقناعی باشد و تصمیم‌های جمع نه بر مبنای رأی‌گیری و اکثریت آرا که بر مبنای وفاق همگانی در بحث‌های اقناعی اتخاذ شود. جمع مشورتی از آن پس به گونه‌ای منظم جلسه‌های خود ادامه داد. جلسه‌ها به اقتضای روزگار با حضور 14 تا 30 نفر تشکیل می‌شد. محور بازنویسی منشور بود و البته پرداختن به مسائل روز نویسندگان. 3 گرایش در جمع مشورتی. از 3 گرایشی که در جمع مشورتی در چند سال هیئت آن شکل گرفت، هوشنگ و محمد علی سپانلو و با گرایشی بودند که با استناد به بندهایی از قانون اساسی و بندهایی از اعلامیه حقوق بشر در متن 134 و مقدمه منشور جدید کانون موافق بودند و التزام مشروط به قوانین و ثبت رسمی کانون چاره کار می‌دانستند و پیشنهاد حذف واژه اندیشه از عبارت آزادی اندیشه و بیان بی حصر و استثناء داشتند. شاملو و براهنی، رضا و محمد مختاری و محمد علی محمد و منصور کوشان و غفار حسینی و امیر حسن چهلتن و من و محمد جعفر پوینده و علی اشرف درویشیان که بعدتر به جمع پیوستند و در گرایشی بودیم که بر ذکر واژه اندیشه و قید بی حصر و استثناء در آن عبارت و مستقل بودن متن منشور و متن 134 از قوانین رایج تاکید داشت و ثبت رسمی را شرط فعالیت علنی کانون نمی‌دانست. گرایش سوم در میانه بود.
این سه گرایش در جمع مشورتی نه به یک باره که به تدریج شکل گرفت، هرچند در همان نخستین جلسه در خانه جواد تا حدی خود را نشان داد. این گرایش‌ها در محدوده جمع مشورتی و در حد بحث‌های درونی دوستانه متمایز بودند و سرانجام نیز بر اقناع و همدلی و نه رأی به توافق همگانی رسیدیم و منشور و متن 134 و دیگر اسناد جمع مشورتی بدون اشاره به قوانین و با ذکر اندیشه و بی حصر و استثناء و به یکسان برای همه در آن عبارت به تصویب رسید. جز آن در هر چه رخ داد در آن سالیان و در کارها که شد تمایزی و گرایشی شکل گرفته در کار نبود و بحث‌ها جمله بر اقناع همگانی به تصمیم‌های جمعی می‌رسید. چه بسا حامیان گرایش‌های گوناگون در موردی یک نظر داشتند و چه بسا حامیان یک گرایش در مورد دیگر نظرات متفاوت، هر کس به اقتضاها و بحث‌هایی که پیش می‌آمد با این یا آن پیشنهاد همراه می‌شد یا مخالف. در تاریخ معاصر ایران تجربه جمع مشورتی تجربه‌ای یگانه است. نویسندگانی که آرا و عقاید مختلف فلسفی و سیاسی، سبک‌ها و روال‌های متفاوت ادبی و هنری، اختلاف حرفه‌ای، حسادت‌ها و دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آنان را از هم جدا می‌کرد، چندین سال در جامعه‌ای استبدادی با هم نشستند. به رغم زندان و تهدید و مرگ و جنگ روانی و تمهیدهای پلیسی بر اقناع و نه رأی کارها کردند که نه فقط بر جامعه روشنفکر ایران که بر جامعه ایرانی در آن سالهای سرکوب و مقاومت تأثیر بسیار داشت. به برکت فعالیت‌های همان 10-15 پای ثابت جمع مشورتی بود که نامه سعیدی سیرجانی و متن 134 و دیگر متن‌های کانون چون نخستین تلعیه‌های اعتراض‌های جمعی سکوت را شکست. به برکت جمع مشورتی و نوشته‌های نویسندگان مستقل ایرانی بود که آزادی بیان از آرمانی روشنفکری به یکی از خواست‌های عمومی جامعه بدل شد. در هر جلسه نخست اخبار نویسندگان گفته می‌شد و بعد اگر امر مهمی نبود و حادثه‌ای که اقدام اضطراری به طلبد، بازخوانی منشور را واژه به واژه پی می‌گرفتیم. کار بازنویسی منشور به درازا کشید. یکی هم به این دلیل که گاه مسائل مهمی رخ می‌داد و جمع یک یا چند جلسه به آنها می‌پرداخت. چند ماهی نیز متن 134 را نوشتیم. اقناعی بودن بحث‌ها نیز کار به درازا می‌کشاند، اما رابطه‌ای زنده و دوستانه ارمغان آورد. حاصل کار کارنامه ما است، نامه‌ها و متن‌ها که نوشتیم، گام‌ها که برداشتیم و پیشنویس منشور جدید کانون نویسندگان که اول بار 14 نفر آن را امضا کردیم. همون شب هم دستگیر شدیم. منشور نو. منشور جدید کانون که جمع مشورتی نوشت با منشورهای سابق تفاوت‌ها داشت. تحولات زمان و زمانه و مملکت و تحولات خود ما و تجربه‌های گذشته و نیز دیدگاه‌های نو در منشور جدید مطرح شده است. در مقایسه با منشورهای گذشته، زبان و گفتمان آن به زبان و گفتمان نویسندگان نزدیکتر است و از زبان سیاست دورتر. برخی وظایف که از گفتمان و حوزه‌های دیگر به ضرورت‌ها و مذاق زمانه بر کانون تحمیل شده بود، از منشور جدید حذف یا بازنویسی شدند. به مثل بندی که دفاع از حقوق خلق‌ها را بر دوش کانون می‌گذاشت و از حوزه سیاست و خواست‌های گروه‌های چپ اپوزیسیون به کانون راه یافته بود، به دفاع از حق نوشتن و چاپ به همه زبان‌ها تغییر کرد. منشور جدید خواهان چند صدایی شدن رسانه‌هاست و کانون را نهادی مخالف رسانه‌های تک صدایی معرفی می‌کند. این بند جدید است و به پیشنهاد من تصویب شد. در عصر ما آزادی بیان و اندیشه و تخیل به انجام نمی‌رسد جز آن که رسانه‌های همگانی از فرهنگ تک صدایی به تنوع و تکثر چند صدایی برسند. منشور جدید نه فقط مخالف با انواع آشکار و پنهان سانسور و خودسانسوری که مخالف با حذف فرهنگی را نیز از وظایف کانون می‌داند. از مهمترین تفاوت‌های منشور جدید با منشورهای قبلی یکی همان حذف استناد به قانون اساسی است. این اما برای ما همه به مفهوم مخالفت با قانون اساسی نبود، همانطور که استناد به آن در دوره‌های قبلی کانون در هر دو دوره مشروطه و اسلامی به معنای موافقت همه با آن نبود. در بحث‌های مفصلی که در این باره در جمع مشورتی در گرفت، درک جدیدی از رابطه نویسنده و قانون، از آزادی اندیشه و تخیل و بیان، از رابطه کانون و نویسنده با دولت و مردم و قانون و سیاست به میان آمده بود. درکی که چشماندازهای تازه‌ای بر ما گشود. به دوران پهلوی دوم کانون برای خنثی کردن اقدام آشکار دولتیان در برپایی نهادی وابسته و برای مقابله با سانسور سیاسی شکل گرفت. به دوران انقلاب کانون در بستر انقلاب و برای مبارزه با سانسور فعال و به سازمانهای سیاسی اپوزیسیون نزدیک شد.
به دوران جمع مشورتی کانون با سانسور و خودسانسوری، سیاسی و دینی و اخلاقی و مکتبی و مردمی روبرو بود و با حذف فرهنگی و با تمهیدها نه چندان آشکار حکومت برای وابسته کردن آن. چنین بود که منشور جدید بر استقلال و ناوابستگی کانون از سیاست تأکید بسیار دارد. شکست و بی‌اعتباری سیاسی، ایدئولوژیک گروه‌های اپوزیسیون، نقد دیدگاه‌های گذشته اپوزیسیون، مدعی دموکراسی و مدرنیته که خود اغلب با مدرنیته سر ناسازگاری داشت و در قوالب فرهنگ تک‌صدایی و استبدادی می‌اندیشید و با همان زبان نیز سخن می‌گفت و زیستن در کابوس حکومتی که تبعیت از مکتب و ایدئولوژی واحدی را تحمیل می‌کرد، کانونیان را به درک‌های جدید درباره آزادی و مدارا و رواداری رسانده بود. فضای جمع مشورتی و متن‌ها و نیز ترکیب اعضا هیئت 8 نفری متن 134 تأکید جمع مشورتی را بر کثرت و تنوع و مدارا و رواداری فرهنگ چند صدایی نشان می‌دهد. قتل سعیدی سیرجانی. نخستین اقدام اجتماعی جمع مشورتی نامه‌ای بود که در دفاع از همکارمان آقای سعیدی سیرجانی نوشتیم به هنگامی که به بند کشیده شد. نویسندگان ایران اغلب در برابر بازداشت همکارانی که به دلیل نوشته‌های خود یا به دلیل فعالیت در کانون و اعتراض به سانسور به بند گرفتار می‌آمدند، واکنش نشان داده و به اعتراض برمی‌خواستند. موقعیت و شرایط زمان البته در این واکنش‌ها تأثیر داشته است. به مثل به هنگام بازداشت شهرنوش پارسیپور واکنشی جمعی دیده نشد. به آن زمان جمع مشورتی وجود نداشت. شهرنوش پارسیپور به جمهوری اسلامی چند باری زندان شد. بار اول به دلایل سیاسی چند سالی به بند بود. از آن پس به دلیل نوشته‌های خود و نیز به دلیل شجاعتی در خور تحسین که در برابر مأموران و دادگاه و در زندان از خود نشان می‌داد، همواره با آزار و تعقیب مواجه بود. پس از چاپ کتاب زنان بدون مردان، حزب الله کتاب فروشی ناشر او را با بمب منفجر کرد و پارسیپور را به زندان بردند. چاپ آثار او حتی آنچه به زمان شاه منتشر شده بود، چون سگ و زمستان بلند، ممنوع شد. رمان توبا و معنای شب او از مطرح‌ترین و پرفروش‌ترین رمان‌های دهه 60 بود و در بازار آزاد عرضه می‌شد. زنان بدون مردان نیز. به هنگامی که سعیدی سیرجانی بازداشت شد، جمع مشورتی بود و می‌توانستیم از او حمایت کنیم. اشقیا بر مبنای نظریه تهاجم فرهنگی نابودی ما می‌خواستند که به گمانشان اسب ترعای غرب بودیم و خطر بالقوه. آنگاه که حذف فرهنگی ما کارساز ندیدند، به حذف فیزیکی ما روی آوردند. اسفند 1369 روزنامه کیهان خبر دستگیری آقای سعیدی سیرجانی را اعلام کرد. دلیل دستگیری را نخست و در آن خبر اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر اعلام کردند و بعدتر لواط و جاسوسی نیز به آن افزودند. وزارت اطلاعات و روزنامه‌های وابسته یا نزدیک به آن چون کیهان و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و رسالت و نوعی تقسیم اتهام داشتند. منتقدانی که سابقه مذهبی داشتند حتی روحانیون به لواط و اعتیاد و جاسوسی متهم می‌شدند و آنان که سابقه مذهبی نداشتند به روابط نامشروع، اعتیاد و جاسوسی. من اما فلسفه این تقسیم بندی نمی‌دانم. پس از اعلام خبر دستگیری آقای سعیدی سیرجانی در جلسه جمع مشورتی پیشنهاد شد نامه‌ای بنویسیم. نامه را در همان جلسه با نظر جمع نوشتیم. نامه‌ای بود خطاب به رئیس قوه قضاییه. خواستار آن شده بودیم که همکارمان آقای سعیدی سیرجانی از حقوق قانونی بهره مند شود. کاری بود پرخطر در آن سالها که اقدام جمعی را بر نمی‌تابیدند. در همین جلسه بود که به هوشنگ نزدیکتر شدم. اصرار او را برای نوشتن متنی در دفاع از آقای سعیدی سیرجانی از یاد نمیبرم. یکی که به ندرت به جلسه ها می آمد با اشاره به گوشه چشمی که آقای سعیدی سیرجانی در نوشته‌های خود با آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاحات او داشت می‌خواست دستگیری او را با توجیه توطئه خودی‌ها و جنگ جناحی و نیمکاسه مسکوت بگذارد. می‌دانستیم که نگران چاپ مجدد رمان خویش است. هوشنگ بلند شد و در پاسخ آن کس گفت یک تنه امضا می‌کنم یا با هر کی که خواست. حتی یک نفر بلند گفت که تا شنودهای اشقیا هم بشنود.
آقای سعیدی سیرجانی از میان ما تنها با آقای حمید مصدق شاعر دمخور بود که وکیل او بود. دانشگاهی بود و ادیبی فرزانه. نظامی شناسی خبره بود و مفسر قرآن و پژوهشگر. به روزگار پهلوی دوم استاد دانشگاه بود و همکار دکتر پرویز ناطل خانلری در بنیاد فرهنگ ایران. قلمی روان و سلیس و طنزی زیبا و برا داشت. پس از انقلاب شهرت او از محافل روشنفکری و دانشگاهی برگذشت و در میان کتابخوانان برد و نفوذی گسترده یافت. نوشته‌های انتقادی او روز به روز تندتر میشد. گرچه در مبارزه با بنیادگرایان گوشه چشمی هم داشت به آقای رفسنجانی و اصلاحات او، اما طنزهای او ریشه‌های استبدادی و ریای مذهبی را هدف می‌گرفت. داستان معجزه‌ای که در مقدمه یکی از کتاب‌هایش نوشته است، سیمای دو زن شاید، آخرین مقاله او در روزنامه اطلاعات که رهبر را به اندیشیدن خوانده بود و نامه سرگشاده او توجه بسیاری را به مردی لاغر و استخوانی جلب کرده بود که با طنزی گیرا، نثری روان و سلیس و با بهره‌گیری از گنجینه ادبی کهن پارسی، مضحکه سانسور و خلافت ریا را به سخره نشسته بود. بعدها ماموران اطلاعات به ما گفتند که هدف از بازداشت سیرجانی حذف مخالفی فعال و با نفوذ بوده است و دادن پیامی به ما و دیگر روشنفکران غیر خودی که حد خود بدانیم و دست از کارمان برداریم. همان ترساندن جمع با کشتن و قربانی کردن یکی. نامه را در همان جلسه امضا کردیم. امضای دیگرانی که در جلسه نبودند نیز جمع‌آوری کردیم. حدود 70 نفر بودیم. قرار شد براهنی و گلشیری نامه را به دفتر رئیس قوه قضاییه تحویل دهند. چندی بعد جواب آمد. به نشر مرغ آمین ناشر براهنی که نامه واصل شد یا چیزی از این قبیل. به رغم مخالفت آقای غلامحسین ذاکری مدیر مسئول آدینه کوشیدم تا نامه را در آدینه چاپ کنم. از بلایای قانون مطبوعات ایران یکی هم این که صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریات را مسئول همه آنچه می‌داند که در نشریه چاپ می‌شود. بدین سان مدیر مسئول نگران خود و مجله خود و سرمایه خویش است. مطالب با امضای او به چاپخانه می‌رود و هم او است که حرف آخر را می‌زند. با این تمهید سانسور را در مطبوعات خانگی کرده بودند. همین طرح را اکنون برای ناشران دارند. گرفتن امتیاز یعنی همان پروانه نشر نیز برای روشنفکران مستقل ناممکن بود. وزارتخانه‌های ارشاد، اطلاعات و کشور و اخیراً قوه قضاییه صلاحیت متقاضی پروانه نشر را بررسی می‌کنند. تا زمان بازداشت من روال جز در یکی دو مورد بر این بود که به روزنامه‌نویسان حرفه‌ای و روشنفکران مستقل پروانه نشر ندهند. تقاضاهای همه ما از روزنامه‌نویس و نویسنده و از جمله تقاضای من رد شده بود. مدیران مسئول که صاحب پروانه نشر بودند گاه با یکی از روزنامه‌نویسان حرفه‌ای به عنوان سردبیر کار می‌کردند. اغلب بین سردبیران و مدیران درگیری بود. استثناهایی هم بود مثل مجله گردون. با آقای عباس معروفی امتیاز و پروانه نشر داده بودند و او خود مدیر مسئول و سردبیر نشریه خود بود. یا سردبیرانی که امتیاز را اجاره می‌کردند و صاحب امتیاز حضور چندانی در نشریه نداشت. صاحب امتیاز آدینه آقای غلامحسین ذاکری با ادبیات و هنر و با روزنامه‌نویسی آشنا نبود. از همان آغاز کار آقای مسعود بهنود را به عنوان مشاور برگزیده بود تا دوام حیات آدینه را تضمین کند و با شناختی که از روابط او داشت در موارد حساس با او مشورت می‌کرد. درآمد آدینه و تیراژ و اعتبار آن دوست داشت اما با محتوای آن بیگانه بود. به ترفندی نامه جمع مشورتی را درباره آقای سیرجانی در صفحه خبر آدینه چاپ کردم. مجله در آخرین مرحله چاپ یعنی صحافی بود که ساعت 8 صبح آقای ذاکری زنگ زد و گفت بیا دفتر. رفتم. گفت که صبح زود او را از ارشاد خواسته اند و دستور داده اند که نامه را در بیاورید. دانستم که موشای دیوار کار خود کرده اند و خبر برده اند. یک فرم 8 صفحه‌ای مجله باید تجدید چاپ می شد. یکی دو تا از فرم‌های اصلی را به یادگار برداشتم تا به دوستان نشان دهم. از واکنش‌هایشان دانستم کاری جدی است. دستگیری آقای سعیدی سیرجانی در اسفند بود. آدینه‌ای که از آن گفتم نیز اواخر اسفند درآمد. چندی بعد اعلام کردند که اتهام آقای سعیدی سیرجانی علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر، لواط و جاسوسی هم هست. اتهام از منکراتی به سیاسی و امنیتی بدل شد، هرچند از همان آغاز روشن بود که توطئه‌ای در کار است، چرا که آقای سعیدی را وزارت اطلاعات دستگیر کرده بود و نه اداره مبارزه با منکرات یا آگاهی که کار مواد مخدر بر عهده آنان است. بعد هوشنگ و براهنی و محمود دولت‌آبادی را احضار کردند به اطلاعات.
آنها در جلسه جمع مشورتی گزارش احوال گفتند. در بحثی دراز در محل وزارت به آنها گفته بودند که سیرجانی جاسوس است و از بیگانه پول گرفته است و گفته بودند که فیلم اعترافات او را می توانند به آنها نشان دهند. دوستان ما پاسخ گفته بودند که نمی‌خواهند چنین فیلم‌هایی را ببینند. به آنها گفته بودند که هم خودشان و هم دیگران باید امضای خود پس بگیرند وگرنه اقدام ما را ضد امنیتی تلقی می‌کنند و چه. تهدید، پیامی روشن و واضح، شمشیر از رو بسته بودند. جلسه جمع مشورتی آن روز در خانه ما بود و تعداد حاضران هم بیشتر از معمول. پس از بحثی طولانی قرار شد که هیچ کس امضای خود پس نگیرد و مهمتر قرار شد متنی بنویسیم، همان متن 134. در گیرودار نوشتن متن بودیم که حدود 10 صبح یکشنبه روزی 16 آذر 1373 کسی به دفتر آدینه تلفن کرد و با لحنی آمرانه و تهدیدآمیز به من گفت که از وزارت اطلاعات زنگ میزند. دستور داد که باید ساعت 2 یا 3 درست یادم نیست بعد از ظهر به وزارت اطلاعات بیایی و اگر اطاعت نکنی تو رو بازداشت خواهیم کرد. گفت که به درب مراجعین ساختمان اصلی وزارت در خیابان خواجه عبدالله انصاری مراجعه کن. زنگ بزن و اسمت را بگو. در پایان دستور داد که نباید به کسی اطلاع دهی. من اما با زنم ماجرا گفتم که گاه ساعت رفتن میدانی اما باز نمیگردی. با آن درب آشنا بودم. در زمان شاه نیز گاهی مخالفان را از درب مراجعین به اداره مرکزی ساواک احضار می‌کردند. جهان پیر است و بی‌بنیاد. نزدیک درب وزارت اطلاعات براهنی و گلشیری را دیدم و معلوم شد که آنها را هم احضار کردند. با توجه به آنکه ابرار روزنامه صبح نوشته بود که آقای سعیدی سیرجانی در زندان سکته کرده است، حدس زدم که ماجرا به سعیدی برمیگردد. عصر آن روز جلسه جمع مشورتی بود. زنگ زدیم و چنان که مقرر فرموده بودند نام خود گفتیم. نگران بودیم. ما را به اتاقی راهنمایی کردند که بنشینید تا نوبتتان فرا رسد. نشستیم و به اشاره و ایما با هم حرف می‌زدیم که ماجرا چه می‌تواند باشد. اول براهنی را احضار کردند. بعد از مدتی براهنی آمد و چترش را برداشت و با اشاره به ما فهماند که موضوع همان سعیدی است. براهنی رفت. گلشیری را بردند و پس از مدتی او را هم مرخص کردند. مرا بردند به همان اتاق. روی یک صندلی فلزی رو به دیوار نشاندند و گفتند حق نداری پشت سرت را نگاه کنی. کسانی آمدند و پشت سر من نشستند که آنها را نمی‌دیدم. اول یکی از آنها پس گردنی محکمی به من زد. 2 نفر حرف می‌زدند و صدای نفس کس دیگری را هم حس می‌کردم. گفتند که آقای سعیدی به رحمت ایزدی پیوسته است. گفتند که آنها بیش از ما ناراحتند که سعیدی به زمانی که ارشاد شده بود و به اسلام ناب محمدی رسیده بود و به باطل بودن عقاید خود پی برده بود و چه درگذشته است. گفتند که سعیدی را فریب دستگاه‌های جاسوسی خارجی، اغوای ضد انقلاب فراری و دار و دسته دکتر بقایی از راه به در برده بودند، اما برادران اطلاعات او را به راه راست بازگردانیدند. همان داستان‌های ناراستی که در نامه‌ای که به نام سعیدی سیرجانی چاپ شد و در نوشته‌های کیهان و جمهوری اسلامی آمد و 1-2 تن از روزنامه نویسان نیز مروجان آن بودند. گفتند که ما 3 نفر را از آن روی انتخاب کردند که به گمان آنها محرکان اصلی جمع مشورتی هستیم و عناصر نامطلوب و مؤثر بر جمع. گفتند که نویسندگان حق ندارند حتی یک جمله درباره مرگ سعیدی بنویسند. هر اقدامی، حتی مجلس ختم، اقدامی سیاسی و ضد امنیت ملی ارزیابی خواهد شد و اگر اطاعت امر نکنید سر و کارتان با ماست. از سرنوشت سعیدی که ندامت کرد و در زندان مرد پند گیرید. گفتند که پیش از تو به براهنی و گلشیری هم همینها گفته ایم و شما 3 نفر باید پیام ما به دوستانتان برسانید. بعد گفتند دیر وقت است و حرفها را به 2 نفر قبلی گفته ایم، تکرار نمی کنیم و می توانی بروی. بعدتر از براهنی و گلشیری شنیدم که رو به دیوار و بر همان صندلی فلزی با آنها همینها گفتند. با تاکسی سری به خانه زدم تا نگرانی فریده رفع شود و بعد به محل جلسه رفتم و دیدم که پیش از من براهنی و گلشیری ماجرا گفتند. من هم در 1-2 جمله ماجرا گفتم. جمع بران شد که در آن وضعیت هیچ اقدامی به صلاح نیست. بعدتر نامه‌ای چاپ کردند در روزنامه‌هایشان با عنوان بازجوی عزیز. ادعا کردند که نامه را آقای سعیدی سیرجانی خطاب به بازجوی خود نوشته است. دستخط او را هم کنار نامه چاپ کردند. بعدتر کتابی هم درآوردند از اعترافات کاذب افرادی که گفته بودند به دستور سازمان مجاهدین چند کشیش را به قتل رساندند. مقدمه‌ای هست در این کتاب که امضای آقای سعیدی سیرجانی را دارد، اما نه نصر او را. معلوم بود و بعدها ثابت شد که هم آن نامه و هم
آن مقدمه و هم اعترافات آن کتاب از ساخته‌های دستگاه شکنجه اشقیاست. سعیدی سیرجانی را در زندان کشتند. یاس و داس، فرج سرکوهی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. متن 134. پس از انتشار نامه جمع مشورتی درباره آقای سعیدی سیرجانی پیام دادند که باید امضاهای خود پس بگیرید. در جلسه‌ای که پیام شنیدیم هیچ کس امضای خود پس نگرفت و قرار شد متنی بنویسیم. متنی که در آن خودمان را و جمع مشورتی را برای مردم و دولت و همکاران دیگر خود توضیح دهیم. فکر نوشتن متن ما نویسنده ایم که بعدها به متن 134 معروف شد از همینجا آمد. متن در چندین جلسه در جمع نوشته شد و درباره هر واژه آن بحث‌ها شد. بحث‌هایی که ما را به هم نزدیکتر کرد. متن 134 حاصل خرد جمعی ما بود. هر کس پیشنهادی میداد و روال ما اقناع بود و نه رأی. چنین شد که نگارش متن مدت‌ها طول کشید. بحث‌های مهم یکی درباره مخاطب نامه بود، متن به چه کسی باید خطاب می‌شد، کسانی رئیس جمهور و کسانی وزیر ارشاد را پیشنهاد کردند. یکی همان بحث قید موادی از قانون اساسی بود و حذف واژه اندیشه و عبارت بی‌حصر و استثناء. همان اختلاف همیشگی که پیش از این گفتم. هوشنگ و یکی دو نفر دیگر مدافعان این پیشنهادها بودند و بیشتر ما از جمله شاملو، براهنی رضا، محمد مختاری، منصور کوشان، محمد علی محمد، جواد مجابی، امیر جلتن و من، بعدتر غفار حسینی و محمد جعفر پوینده و مخالف. شاملو گرچه به جلسه ها نمی آمد اما من و جواد مجابی هر بار او را به تفصیل در جریان می گذاشتیم. با برخی دیگر از اعضای جمع مشورتی از جمله محمد مختاری نیز گهگاه دیدار می کرد. شاملو با دقت و علاقه بسیار بحث‌های جمع مشورتی دنبال می کرد. به سرانجام قرار شد متن مخاطبی نداشته باشد. به قانون اساسی استناد نشود و واژه اندیشه و قید بی‌حصر و استثناء هم بماند. متن 134 از منظر گفتمان و امضاها یکی از بهترین اسناد 20 ساله اخیر است. متنی است با زبان فرهنگ و گفتمانی متفاوت با گفتمان‌های رایج در ایران آن زمان. در میان کسانی که آن را امضا کردند انواع گرایش‌های فکری و سیاسی و ادبی می‌توان دید. پس از اتمام متن جمع مشورتی 8 نفر را برای گردآوری امضا و نشر متن انتخاب کرد. سیما کوبان، رضا براهنی، هوشنگ، محمد مختاری، منصور کوشان، محمد علی، محمد خلیلی و من. عباس معروفی اول در هیئت بود و بعد از آن خارج شد. نام 8 نفر ما در پایان گزارش هیئت 8 نفری متن ما نویسنده این متن 134 که در آخرین شماره مجله تکاپو چاپ شد آمده است. انتخاب شدیم تا معیارهایی برای کسانی که میتوانستند متن را امضا کنند بیابیم. امضاها را گرد آوریم و متن را منتشر کنیم. جمع 8 نفره هر بار گزارش بحث‌های خود به جمع مشورتی میداد. در جمع 8 نفره بحثی در گرفت درباره ملاک‌هایی برای گزینش کسانی که برای امضای متن ما نویسنده این متن 134 دعوت می‌شدند. می‌دانستیم که متن به هنگامی اثر می‌کند که صاحب نامان در عرصه‌های داستان، شعر، نقد، ترجمه، نمایشنامه نویسی و پژوهش آن را امضا کنند. بران شدیم که امضاها ترکیبی باشد از نسل‌ها و آراء گوناگون. امضاها نیز چون متن بایستی که معرف منظر چند صدایی ما می بود. در اساسنامه کانون آمده بود که کسانی که با سانسور همکاری می کنند نمی توانند عضو کانون باشند. آن سالها حزب فرهنگی نیز به شدت مطرح بود و اگر نه بیشتر که در حد سانسور به فرهنگ ما زیان می رساند. انقلاب فرهنگی و فاجعه‌ای که با اخراج استادان و دانشجویان به دستاویزهای عقیدتی بر دانشگاه‌های ما رفته بود، مقالات نشریاتی چون کیهان و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و رسالت و صبح و که امنیت اجتماعی از ما سلب می‌کردند، نمونه‌های دیگر بودند از حزب فرهنگی. سرداران حزب فرهنگی چون برنامه ریزان و کارمندان سانسور با نهادهای پلیسی رابطه‌ای روشن داشتند،
حفظ اعتبار کانون هم مهم بود که مبادا کسانی با امضای متن از آن به سود این و آن جناح حکومت بهره گیری کنند و با حضورشان القا کنند که کانونیان با حکومت سانسور یا دست کم با سانسورچیان معتدل و اهل فرهنگ ساختند. پس از 1360 اولین باری بود که صدای جمعی به انتقاد از سانسور و خودسانسوری و حذف برمیخواست. باید که مراقب کار می بودیم. قرارمان شد که همکاران سانسور و کسانی که در حزب فرهنگی فعال بودند نمی توانند متن را امضا کنند. در اساسنامه کانون چاپ 2 کتاب یکی از شرایط عضویت بود. در آن سالها شاعران و نویسندگان و منتقدان و مترجمان خوبی بودند که اثری با کیفیت بالا منتشر کرده بودند، اما سانسور رخصت چاپ آثار بعدی به آنها نداده بود. قرارمان این شد که معیارمان چاپ 1 یا 2 کتاب یا معادل آن در نشریات باشد و نیز از کسانی برای امضا دعوت شود که پس از انقلاب فعال بوده و به یکی از مواردی که در متن به آن اشاره شده است داستان نویسی، شاعری، نقد ادبی، ترجمه، تحقیق و نمایشنامه نویسی شهره باشند. معیارها را با جمع در میان گذاشتیم. تصویب شد. معیارهای جمع 8 نفره در گزارشی که به امضای ما در آخرین شماره مجله تکاپو چاپ شد به تفصیل آمده است. در چندین جلسه نامها بررسی کردیم. حدود 350 کس برای امضا کردن برگزیدیم. دعوت به امضا را بین خود تقسیم کردیم. کاری دشوار بود. با تلفن که کنترل بود نمی توانستیم حرف بزنیم. به خانه ها باید می رفتیم. بعضی در جریان نبودند و توضیح آن که جمع مشورتی چه است و چه می خواهد بکند و توضیح کلمه به کلمه متن وقت می برد. سوء تفاهم ها هم بود و ترس ها و تردیدها و اختلافاتی که از گذشته مانده بود و سرانجام از آن 350 نفر 134 نفر متن را امضا کردند. متن را پس از امضا به نشریات داخلی و وزارت ارشاد فرستادیم. ارشاد دستور داد که هیچ نشریه‌ای حق چاپ متن ندارد جز همراه با انتقاد. آدینه سکوت کرد. سردبیر تکاپو منصور کوشان شهامت کرد و متن را و گزارش جمع 8 نفره ما را چاپ کرد. در این گزارش معیارهای انتخاب را مطرح کرده بودیم و نیز به انتقادها و حمله‌هایی که در نشریات چاپ شده بود پاسخ گفته بودیم. سالیانی دراز عادت کرده بودند که هر چی می‌خواهند علیه ما بگویند و جوابی نگیرند. گزارش جمع 8 نفری که به تصویب جمع مشورتی نیز رسیده بود، پاسخهایی که به اتهامات و تبلیغات آنها داده بودیم و بیش از همه بازتاب گسترده متن در رسانه‌ها و نهادهای جهانی خواب از سرشان به در کرد. آتش خشمشان تیزتر شد، برآشفتند و مجله تکاپو را بستند. در مجله گردون متن بدون اسامی امضا کنندگان همراه با مقاله انتقادی به قلم آقای اسماعیل جمشیدی چاپ شد. آقای اسماعیل جمشیدی در آن مقاله به حذف امضای خود اعتراض کرده بود و محمد مختاری و محمود دولت‌آبادی را به نام و کسانی را بی ذکر نام به توطئه علیه خود متهم کرده بود. نوشته بود که آن 2 تن جمع را پنهانی کنترل می‌کنند و چه. پس از انتشار متن فشارها شدت گرفت. احضارها بیشتر شد. من علاوه بر احضارها و تهدیدها در وزارت اطلاعات با فشار آقای غلام حسین ذاکری مدیر آدینه نیز روبرو بودم. دیگران را نیز از راه‌های گوناگون تحت فشار گذاشتند. جنگ تبلیغاتی و روانی گسترده‌ای راه انداختند. بازار شایعه پراکنی گرم شد. تخریب شخصیت در کوره اختلافات بین ما می‌دمیدند. کیهان هوایی و جمهوری اسلامی و رسالت و نوشته‌های سراپا اتهام و دشنام علیه ما منتشر کردند. اعتراضهای چاپ شده در گردون را دوباره چاپ کردند. از راه‌های گوناگون کوشیدند کسانی را به پس گرفتن امضای خود و متهم کردن جمع 8 نفره وادار کنند. 1-2 تن بدون آنکه به ما اتهام بزنند امضای خود پس گرفتند. 1-2 تن پس گرفتن امضای خود با اتهام‌هایی به جمع 8 نفری همراه کردند. آقای دکتر امیرحسین آریانپور همراه با پس گرفتن امضای خود حتی پن اینترنشنال را به همکاری با موساد CIA متهم کرد. آقای شمس لنگرودی هم امضای خود پس گرفت و هم نیشی جانانه به ما زد. علامه زریاب خویی در مصاحبه‌ای در روزنامه اطلاعات از متن جانانه دفاع کرد و تنها بهره‌گیری رسانه‌های خارجی را از متن محکوم کرد. متن هم بستگی ما پررنگتر کرده بود و حمله به ما را داغ‌تر. در این میان ماجرای آقایان اسماعیل جمشیدی و عباس معروفی در گردون و کیهان هوایی بازتاب یافت و بعدتر به هنگامی که من به بند بودم در خارج از کشور نیز دستمایه برخوردهای مکتوب بین آقایان براهینی و معروفی شد و این همه توضیح ماجرا را ضروری می کند.
در آخرین جلسه جمع 8 نفره که در خانه ما بود، قرار بود متن را پس از بررسی نهایی امضا منتشر کنیم. فضا نشان میداد که برای جلوگیری از انتشار متن اقدام خواهند کرد. تجربه مرگ آقای سعید سیرجانی را داشتیم که با اخطار مانع اقدام ما شدند. هر روز ممکن بود ما را بخواهند یا 1-2 نفر را بگیرند و بگویند متن را منتشر نکنید. عجله داشتیم و قرار بود آن روز کار را تمام کنیم. یک بار دیگر درباره امضاها بحث شد. به دلایل گوناگون از جمله کم کردن فشار بر فضا و به چشم خوردن اسامی کسانی که شهرت و اعتبار بیشتری داشتند پیشنهاد شد که از تعداد امضاها بکاهیم. از معیارهای ما آن بود که امضا کننده در جامعه فرهنگی به یکی از فعالیت‌های ذکر شده در متن، شعر، داستان، نقد، ترجمه، پژوهش و نمایشنامه نویسی معروف باشد. به مثل امضای کتابسازان و امضای کسانی که به فیلمسازی شهره‌اند یا به روزنامه نویسی، حتی اگر کتاب چاپ کرده باشند، نباشد. نتیجه بحث آن شد که 1-2 امضا برداشته شود که یکی هم امضای آقای اسماعیل جمشیدی دبیر تحریریه مجله گردون بود که آقای معروفی از او خواسته بود متن را امضا کند. این البته تصمیم درستی نبود، از مواردی بود که ما اشتباه کردیم. اکنون که به گذشته می‌نگرم، به نظر من در این تصمیم پشت ذهن اکثریت جمع 8 نفره شاید که مسائل دیگری هم بود. خودآگاه یا ناخودآگاه، به گمانم به حق یا ناحق از آقای اسماعیل جمشیدی در آن زمان تصویر چندان مطلوبی در ذهن برخی از ما نبود. یکی به دلایل همان مقاله مجله گردون که برای روشن کردن چراغ قانون به دولتمردهای اهل فرهنگ اشاره شده بود و در بحث استقلال قانون و تمهیدهای جناحی از حکومت به آن اشاره کردند. می‌گفتند که او نیز در نوشتن آن مقاله دست داشته است. دیگر به دلیل مقاله دیگر او بود، باز هم در گردون که به براهنی حمله کرده بود و خواستار محاکمه او شده بود. لحن آن مقاله به گفتمان رایج در جنگ و جدل‌های روشنفکری شباهت نمی‌برد. براهنی در آن زمان از فعالان و مؤثران جمع مشورتی بود و مخالف ذکر موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور. نگران آن شدیم که مبادا جبهه تازه‌ای باز کرده باشند از این سو. اینها به درست یا نادرست تصویری نه چندان مطلوب در ذهن برخی از ما ساخته بود. تصمیم ما بر این مبنا بود که آقای اسماعیل جمشیدی به روزنامه نگاری شهره است، نه به نویسندگی. این تصمیم نادرست بود. اگر فضای ذهنی ما خودآگاه یا ناخودآگاه در این تصمیم تأثیر داشت، بر نادرستی تصمیم ما می‌افزاید. اواسط جلسه آقای عباس معروفی آمد به خانه ما و دید که امضای آقای جمشیدی نیست. اعتراض کرد. استدلال کرد که از آقای جمشیدی خواسته شده است که متن را امضا کند. ما نیز کوشیدیم دلایل خود بگوییم. آقای عباس معروفی تند شد. ما نیز. آقای عباس معروفی تهدید کرد که اگر به خواست او تمکین نکنیم کاری می‌کند که بسیاری امضاهایشان را پس بگیرند. ما هم تندتر شدیم. این برخوردها بود که کار به جای باریک کشاند. آقای معروفی می توانست چنان که روال ما بود مسئله را در جمع مشورتی مطرح کند. اما تهدیدهای او و واکنش‌های منفی برانگیخت. مسئله از آقای جمشیدی به نزاع با آقای عباس معروفی بدل شد. ما نیز اشتباه کردیم. می توانستیم تهدید ناشنیده بگیریم و فضا منطقی نگه داریم. نشد، کار به حمله‌های شخصی کشید. آقای معروفی گفت که فرج هم روزنامه نویس است. دیگران به یادش آوردند که فرج به دلیل چهره دیگر خود منتقد ادبی که در کتاب نقشی از روزگار است در جمع است و نیز برگزیده جمع مشورتی است و عضو هیئت 8 نفره. برخی نگرانی‌های ناگفته که در ذهن بعضی از ما بود نیز به زبان آمد. شغل سابق آقای عباس معروفی در تالار وحدت وابسته به ارشاد. جلسه در ارشاد کرج که عکس و تفصیلات آن در مجله کلک آمده بود و امتیاز گردون و چه. در آن موقعیت متشنج مطرح کردن این حرفا نیز اشتباه من بود. جای این حرفا در آن فضای عصبی نبود. دعوا بالا گرفت، کار میرفت که به تأخیر افتاد. از سوی جمع به ما گفته شده بود که کار تمام کنیم و ما نیز نگران بودیم که مبادا ما را از انتشار متن باز دارند. آقای معروفی عصبی و تند شد. واکنش ما نیز تند و عصبی بود. آقای عباس معروفی با دعوا رفت. امضای خود را هم پس گرفت و از آن پس به جمع مشورتی نیامد. تصمیم جمع ما در حذف امضای آقای اسماعیل جمشیدی درست نبود، چرا که به هر حال از او خواسته شده بود که امضا کند. اما برخورد آقای عباس معروفی و تهدید کردن جمع که میگویم که دیگران امضای خود پس بگیرن هم درست نبود. واکنش ما نیز به همچنین.
مطرح کردن مسائل شخصی نیز از هر دو سو درست نبود. عجله هم داشتیم و من احساس می‌کردم که هر بحث اضافی می‌تواند کار نشر متن را به تأخیر بیاندازد و هر تأخیری حتی یک روز می‌تواند انتشار آن را برای همیشه ناممکن کند. شاید آقای معروفی میپنداشت که میتواند جمعی را به حمایت از خود برانگیزد تا آنان نیز امضای خود پس بگیرند و جمع 8 نفره جمع مشورتی را به پذیرش نظر او وادارند که آن تهدید را کرد و از جمع رفت. شنیدیم که با کسانی هم تماس گرفته است که به عنوان حمایت از او امضای خود پس بگیرند، اما هیچ کس امضای خود پس نگرفت و گزارش جمع 8 نفره همان که در آخرین شماره تکاپو چاپ شد و حمله به کیهان و جمهوری اسلامی و کیهان هوایی و حمله‌های گردون پاسخ گفت و ماجرای آقای اسماعیل جمشیدی را توضیح داد. در جمع مشورتی تصویب شد. مورد حمایت بودن توهمی است که میتواند به هر صاحب مجله یا سردبیری در ایران دست دهد. در کشوری که کتاب با دشواری چاپ می شود، در مملکتی که به روزنامه نویسان حرفه‌ای و روشنفکران مستقل امتیاز نشر مجله نمی دهند و تعداد مجلات ادبی آن فقط 3 یا 4 تا است که هر ماه یا هر 2 ماه یک بار در 80 تا 100 صفحه منتشر می شوند و هر کدام حداکثر 10 تا 20 صفحه را به چاپ شعر و داستان و نقد و ادبی اختصاص می دهند و هیچ مفر دیگری برای ارتباط با خواننده در اختیار نویسندگان و شاعران و منتقدان نیست، برخی کسان و نه همه برای چاپ یا نقد آثارشان به صاحبان امتیاز و مدیران مسئول و سردبیران این مجله ها گاه امتیازاتی می دادند. ابراز دوستی های مصلحتی و بدبستان ها و تعارف ها و غلو ها و تعریف های مبالغه آمیز و رو در رو عیب هم نگفتن، تعریف در حضور و غیبت و خردگیری پشت سر هم که از اخلاقیات رایج ما است که در فرهنگی دم میزنیم که از مؤلفه های اصلی آن ریا و دورویی است. عوارض استبداد دیرسال به هیچ یک از ما امتیاز نشر مجله نمیدادند و تنها آقای معروفی بود که پروانه نشر داشت و مدیر مسئول مجله گردون بود. حتی سردبیران نیز در معرض تعریف‌ها و تمجیدها و ابراز دوستی‌های مصلحتی بودند. بر ما بود که ابراز دوستی‌ها و تعریف‌های مصلحتی را از دوستی‌ها و تعریف‌های واقعی تمیز دهیم. جمع 8 نفره در حذف امضای آقای جمشیدی اشتباه کرد. برخورد آقای عباس معروفی با جمع 8 نفره و برخورد ما با آقای عباس معروفی درست نبود. آن مقاله که آقای جمشیدی علیه محمد مختاری و محمود دولت‌آبادی نوشت و اتهامی که به آنها و جمع ما زد نیز درست نبود. در این ماجرا همه ما اشتباه کردیم. آن فضا که ما در آن بودیم یا در آن قرار داده شده بودیم مطلوب اشقیا بود تا بحث خواست‌های متن 134 را به بحث‌های چون حذف این یا آن نام و برخورد این با آن بگردانند. متن 134 از راه‌های گوناگون به خارج درس کرد. کسانی که امکان داشتند به شیوه‌های گوناگون متن را به خارج فرستادند و کس از کار کسی خبر نداشت. من آن را به 1-2 تن از دوستانم در اروپا رساندم. هوشنگ هم. براهنی متن را به انگلیسی ترجمه کرد. پروین اردلان بعد از ظهرها در شرکتی کار می‌کرد. براهنی ترجمه انگلیسی متن و شماره فاکس در آمریکا به من داد. به پروین دادم و پروین متن را به شماره‌ای که براهنی داده بود به آمریکا فاکس کرد. براهنی خود با دوستانش در میان نویسندگان آمریکایی تماس گرفته بود و بدین سان متن به PEN رسید و به آرتور میلر. توضیح حاشیه: آرتور آشر میلر زاده 17 اکتبر 1915 و درگذشت 10 فوریه 2005 نویسنده، نمایشنامه نویس و مقاله نویس آمریکایی بود. آرتور آشر میلر با نوشتن تعداد زیادی نمایشنامه برای بیشتر از 60 سال نقش برجسته در ادبیات و سینمای آمریکا داشت. معروف‌ترین اثر میلر نمایشنامه مرگ فروشنده است که بارها در صحنه مختلف اجرا شده است. وی همچنین به خاطر ازدواج کوتاه مدتش با مرلین مونرو شهرت دارد. ادامه متن در اجلاسیه سالانه PEN اینترنشنال در پراگ خوانده شد و در مطبوعات جهانی بازتابی گسترده یافت. پس از سالها سکوت صدایی متفاوت از ایران برمیخواست، صدایی جمعی، صدای فرهنگی که سایه سانسور و خودسانسوری بر سر داشت، اما از خلاقیت و اعتراض نمانده بود. پس از انتشار متن 134 جمع مشورتی به مرحله‌ای تازه گام گذاشت. اکنون کاری کرده بودیم، هویتی داشتیم، گرچه در جلسه ها معمولاً بین 10 تا 20 نفر شرکت می‌کردند، اما دانسته بودیم که اکثر نویسندگان کشور دل با جمع مشورتی دارند و از آن حمایت می‌کنند. جهان نیز با ما بود. avogaboo.com
قتل احمد میرعلایی. انتشار متن 134 و رونق گرفتن جلسه های جمع مشورتی اشقیا را به واکنش برانگیخت. حلقه محاصره تنگتر کردند، بر احضارها و فشارهای خود افزودند. احمد میرعلایی را کشتند. پس از مرگ او پرسجو کردیم. صبح از خانه بیرون می رود که اول پولی را که به دوستی بدهکار بوده بدهد. در کتاب فروشیش با او قرار گذاشته بود. بعد از ظهر هم قرار بود در دانشگاه اصفهان درباره پست مدرنیسم سخنرانی کند. سر قرار با دوستش نرفته بود، به دکان هم نرفته بود. دست ناشناسی هم اطلاعیه‌ای چسبانده بود بر تابلوی اعلانات دانشگاه که سخنرانی میرعلایی برگزار نمی شود. همسایه‌ها گفته بودند که ماشینی پیکان او را از نزدیکی‌های خانه سوار می‌کند. جسدش را گذاشته بودند در یکی از کوچه‌های اصفهان و 2 بطری ودکای دستساز هم گذاشته بودند کنار جسد. طرف‌های غروب پاسبانی آمده بود در خانه و گفته بود که جسد را در کوچه یافتند و آدرس خانه را در جیب او دیدند. پول هم که کم نبود، سر جایش بود. یعنی احمد سر صبحی رفته عرق بخرد و در کوچه سکته کرده است و افتاده و مرده است. و بطری‌ها را پیش از سکته کنار خود گذاشته است که مبادا بشکنند. بطری‌ها سالم مانده بود. پزشک قانونی اصفهان روی دست احمد جای 2 تزریق تازه دیده بود و مرگ را مشکوک اعلام کرده بود و نمونه برداری کرده بودند تا به پزشک قانونی تهران بفرستند. جواب نیامد و کار خوابید. یا پزشک قانونی اصفهان را عوض کردند یا پرونده از قاضی اولی گرفتند. هوشنگ رفته بود اصفهان و پرسیده بود و به این نتیجه رسیده بود که احمد را کشتند. این حد از بیرحمی و ددمنشی از بدبینی‌های ما فراتر می‌رفت. به هنگام قتل احمد میرعلایی شایع شد که تأثیر او بر اسنایپول نیز از دلایلی بود که اشقیای وزارت اطلاعات را برآشفت. نایپول به آن هنگام درباره اسلام مطالعه می‌کرد. جمهوری اسلامی ایران ادعای ام‌القرایی داشت و مدعی رهبری جهان اسلام و یا دست کم شیعه اهل بیت بود. برای آنکه درباره اسلام مطالعه می‌کند، جمهوری اسلامی نمونه‌ای بود از تحقق اسلام در عمل، از کاربرد احکام اسلامی در جامعه معاصر، از حکومت روحانیت به نیابت الله. نایپول به ایران آمد. به آن هنگام نیز نویسنده‌ای مشهور و مطرح بود و سخن از اعطای نوبل ادبی به او چند سالی سر زبان‌ها بود. حکومتیان این می‌دانستند و از تأثیر کلام او بر غرب و شبه قاره هند به خوبی آگاه بودند. سفر او را چنان برنامه‌ریزی کردند که بیشتر با خودی‌ها نشست و برخاست داشته باشد یا با روشنفکران غیر منتقد که جانب قدرت نگه می‌داشتند. نمی‌خواستند نایپول با روشنفکران منتقد دیدار کند و آن روی سکه جمهوری، فقر و سانسور و شکنجه و مدیریت ناتوان و فساد نهادینه شده و سرکوب افکار ببیند. تلاش می‌کردند که تصویری روشن و مثبت از جمهوری اسلامی در ذهن نایپول خلق کنند. آنچه نایپول پس از سفر خود می‌نوشت به ویژه با توجه به نفوذ کلام او بر مردم هند و پاکستان و بنگلادش و بخشی از آفریقا و نیز غرب برایشان بسیار مهم بود. تا چشم او ببندند سفرش مخفی نگه داشتند و ملاقات‌ها و نشست‌ها و دیدارهایش چنان برنامه‌ریزی کردند که می‌خواستند. ما به زمانی از حضور او در ایران مطلع شدیم که خبر جلسه‌ای در نشر فرزان میزبان انحصاری نایپول به گوش ما رسید. کسانی را برای حضور در آن جلسه دستچین و دعوت کرده بودند که سخن تنها به مباحث کلی فلسفی محدود شود. شنیدیم که برنامه نشست را آقایان بهاءالدین خرمشاهی و داریوش شایگان و جهان بگلو کارگردانی می‌کنند. هیچ یک از اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان و هیچ یک از امضا کنندگان متن 134 به آن نشست دعوت نشده بودند. حتی به مثل مهدی قبرایی که کتابی از نایپول ترجمه کرده بود و چاپ. تلاش چند تن از نویسندگان برای دیدار با نایپول به جایی نرسید. می‌خواستم مصاحبه‌ای با نایپول برای چاپ در آدینه تهیه کنم. کنجکاو هم بودم که به او چه گفتند درباره ما که چنین او را محاصره و انحصاری کردند. از مهدی قبرایی که 1-2 کار او را ترجمه کرده بود خواستم که به نشر فرزان تلفن کند و راهی برای دیدن نایپول در محاصره بیابد. مهدی از بچه‌های زندان شاه بود و از امضا کنندگان متن 134 و با آدینه همکاری داشت. زنگ زده بود که مترجم نایپول است و راغب دیدار او. گردانندگان نشر فرزان راه و وقت نداده بودند. وقت برنامه ریزان یا هوشیاری نایپول سد محاصره شکست. نایپول خبر داشت که احمد میرعلایی به سال 1362 کتاب هند تمدن مجروح او را به فارسی ترجمه کرده است. این را نتوانسته بودند از او بپوشانند. چون هر نویسنده‌ای مشتاق دیدار با مترجم خود بود و می‌دانست که احمد از بهترین مترجمان ایران است. دیدار از اصفهان نیز از برنامه‌های او بود و احمد نیز ساکن اصفهان.
از تهران به احمد خبر داده بودیم و او مطلع بود از آن حصارها و برنامه‌ریزی‌ها. به خواست نایپل دیدار با احمد در اصفهان دست می‌دهد. نایپل 2-3 روزی در اصفهان می‌ماند. احمد با هوشیاری و دانش و وقوفی که داشت تأثیری عمیق بر او می‌نهد. تأثیری که در مقالات بعدی او هویداست. احمد محاصره می‌شکند و از آن روی سکه فرهنگ تک‌صدایی سرکوبگر حکومت از واقعیت‌ها با نایپل می‌گوید. هرچرا که وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی و اطلاعات، دفتر رئیس جمهوری، عوامل مستقیم و غیر مستقیم، نزدیکان به قدرت، دکان‌های دونبش، روشنفکران نامنتقد رشته بودند پنبه می‌کند. اشقیا خشمگین و دولتیان برمی‌آشوبند. به هنگام قتل احمد شایع شد یا برای ترساندن ما شایع کردند که نشست‌ها و گپ و گفتگوهای احمد با نایپل نیز از دلایل قتل او بوده است. اکنون که این می‌نویسم، نایپل برنده جایزه ادبی نوبل و احمد در خاک خفته است. جهان پیر است و بی‌بنیاد، از این فرهادکش فریاد. جمع مشورتی تصمیم گرفت جلسه یادبودی برای احمد برگزار کند. مسئولیت بر هوشنگ و براهنی و مختاری و منصوری و من اگر درست یادم مانده باشد محمد علی افتاد. جلسه را در سالنی در کوی نویسندگان مطبوعات در شهر آرا برگزار کردیم. فرزانه طاهری جلسه را اداره کرد. هوشنگ همان داستان معروف برخرس و میرعلایی را خواند. از کارهای خوب هوشنگ است که خود در داستان کوتاه در ایران بهترین است. براهنی و حقوقی و سپان و بهبهانی و کوشان و من و شعر و داستان و متن خواندیم. عنوان سخنرانی من دین نسل ما به احمد میرعلایی بود. به رغم آنکه جلسه را اعلام نکرده بودیم، جماعت خوبی آمد. بعضی از متن‌های آن روز در مجله دوران چاپ شد. احمد میرعلایی نه تنها یکی از بهترین مترجمان ایران است که انتخاب‌های او در ترجمه همواره پاسخی بود به نیازهای روشنفکران و به پرسش‌های زمانه. من این معنا را در آن مقاله که در مجله دوران و شب دردمند آرزومندی آمده است باز گفتم. نیما در هتل پادله. پس از انتشار متن 134 تعداد ما از 10-15 نفر معمول بیشتر شد. قرار شد که همه کسانی که متن را امضا کردند حق شرکت در جلسه‌های جمع مشورتی داشته باشند که با توجه به شیوه ما که اقناع بود، خود به خود به معنای حق رأی هم بود. علاوه بر نوشتن منشور، هر جا که فرصتی دست می‌داد و مجالی یا هر جا که ضرورت می‌افتاد دست به کار می‌شدیم. جلسه پادله را جمع مشورتی برگزار نکرد، اما برخی از اعضای مؤثر آن در جلسه حضور داشتند. 100مین سال تولد نیما بود و یونسکو کنگره‌ای در تهران برگزار می‌کرد. برنامه را دولتی‌ها قبضی کرده بودند و ما هم که اجنبی بودیم. روال جمهوری اسلامی است که دشمن مرده را مصادره کند. نیما را مسلمان کرده بودند و شیعه و مرید اهل بیت. بچه‌های شمال فرصت مغتنم شمرده بودند و اجازه گرفته بودند که جلسه‌ای در هتل پادله نزدیک ساری دور از شهر برای نیما برگزار کنند. از ماها نیز دعوت کردند. فرصتی بود تا کنگره‌ای واقعی و پربار برگزار کنیم در مقابل کنگره دولتی در تالار وحدت که از نیمای مصادره شده تصویر مردی مذهبی پرداخته بودند. و سخنرانان چنان با نیما بیگانه بودند که یکیشان درباره امکانات و زیبایی‌های غزل حرف زده بود و یکی درباره قصیده سرایان قرن 4 هجری، دهنکجی یا نادانی. در 3 روز جلسه پادله هوشنگ، سپان، محمد علی سپانلو، غزاله علیزاده، فرزانه طاهری، منصور کوشان، علی اشرف درویشیان و من و کسان دیگر درباره نیما حرف زدیم. عنوان سخنرانی من بود شب نیمایی، طرحی نو در دوره‌بندی شعر نیما که شب دردمند آرزومندی آمده است. در این مقاله شعر نیما به 4 دوره تا ققنوس تا آی آدمها تا دل فولادم و دل فولادم تا شب به همه شب دوره بندی شده و ققنوس و نه افسانه را آغاز شعر نیمایی دانستم. مقاله را با درآمدی در آدینه چاپ کردم که آخرین نوشته من پیش از بازداشت در فرودگاه مهرآباد تهران بود. لحن و محتوای این درآمد فضای ذهنی مرا پیش از دستگیری نشان می‌دهد. می‌توان دید که کاتب آن مکتوب مرگ خود در حدیث دیگران باز گفته است. آنان که اجازه جلسه هتل پادله داده بودند تصور چنین جلسه‌ای نداشتند. مردم از جلسه بیخبر بودند، اما خشم حکومت تیزتر شد.